آوایه‌بوف.com. سخن ناشر: آموزش و پرورش و بالا بردن سطح آگاهی جامعه یکی از وظایف مهم دولت هاست. دولت‌های استبدادی عاشقان سانسور و مخالفان شدید رشد و آگاهی مردم هستند. حکومت کردن بر گروهی مردم بیسواد، خرافی و ناآگاه از حقوق خویش برای یک دیکتاتور بسیار مطلوب‌تر و راحت‌تر از حکومت بر مردمی است که به حقوق خویش آشنا هستند. در سیستم‌های دیکتاتوری مستبد با پایین نگاه داشتن سطح فهم و آگاهی مردم امکان فرمانروایی بیشتری برای خود مهیا می‌کند. در جمهوری اسلامی تعداد عنوان کتاب چاپ شده در سال به 32,000 میرسد که بیش از 97% این کتاب‌ها کتب دینی و فقهی و جعلیات و خرافاتی است که ارزش علمی این کتب صفر است. میزان سرانه مطالعه در ایران به طور واقعی 2 دقیقه در سال است. جمهوری اسلامی با آمارسازی و جعل و تزویر این رقم را به 75 دقیقه رسانده که از این مقدار 15 دقیقه مربوط به مطالعه کتاب، 21 دقیقه قرآن و دعا و 32 دقیقه روزنامه و 7 دقیقه دیگر نشریه خوانی است. که البته این آمار در مورد فنلاند 44 دقیقه و آلمان 34 و سوئد 31 دقیقه در روز است. نشر اینترنتی آوای بوف نزدیک به 2 دهه است که در راستای اطلاع رسانی به چاپ و انتشار صوتی هزاران کتاب ممنوعه و کمیاب اقدام نموده و با در اختیار قرار دادن رایگان این مجموعه سعی می‌کند سهمی در ارتقاء فرهنگ و بیداری مردم داشته باشد. چون اگر ملتی فهمید و بیدار شد، دیگر به راحتی بازیچه دست سیاستمداران بین المللی و شیادان سیاسی داخلی نخواهد شد. هدف ما آشنا کردن بیشتر مردم با کتاب و کتابخوانی و بیدار کردن خفتگان و ناآشنایان به حقوق انسانی خویش است. تا آگاه نشویم نمیتوانیم زنجیرهای بردگی و حقیران زیستن را پاره کنیم. هدف ما در اختیار قرار دادن رایگان تمام کتاب‌های صوتی و ممنوعه و کمیاب برای هموطنان داخل کشور است که به دلیل سانسور و ممنوعیت یا از لحاظ اقتصادی برای تهیه کتاب در مضیقه می‌باشند. آوای بوف با این تفکر که کشور ایران در طی دوره‌های متمادی در زیر یوغ مستبدین رنگارنگ و دور نگاه داشته شده از قافله فرهنگ و تمدن بشری و غرق شدن در منجلاب مذهب و خرافات، احتیاج مبرم به رفرم و مبارزه فرهنگی برای بیرون آمدن از این منجلاب و پیوستن به قافله تمدن جهانی دارد به وجود آمد. در طی سالهای گذشته با تمام مشکلات و موانع پیش رو، هزاران کتاب ممنوعه و سانسور شده به صورت صوتی و PDF در اختیار علاقه‌مندان و اقشار مختلف فارسی زبان در ایران و جهان قرار گرفته است. در سال 2019 انتشاراتی آوای بوف در راستای کمک به نویسندگانی که به علت سانسور قادر به چاپ آثار خود در ایران نیستند، اقدام به ثبت خود تحت عنوان انتشارات جهانی نمود که افتخار دارد در راستای عبور از سانسور و با هدف گردش آزاد اطلاعات برای ایرانیان داخل به صورت رایگان در نشر آثار سانسور شده اقدام و این آثار را ثبت جهانی نماید. لذا از تمامی همراهان عزیز دعوت می شود اگر مسیرشان به گیوتین سانسور جمهوری اسلامی خورده و سرخورده و ناامید از انتشار کتب و آثار خود شده اند یا کسی را می شناسند که در این مسیر قدم گذاشته، نشر آوای بوف با افتخار این فرصت را برای ثبت و انتشار تمامی این آثار فراهم نموده است. نشر آوای بوف. آوایه‌بوف.com. نام کتاب: مسافران شهر هرت. نویسنده: ف. الف. ناشر: نشر آوای بوف. سال انتشار
1400. گویش نسیم. ادیت فنی قاسم قرداغی. موضوع مجموعه داستان کوتاه. تهیه شده در کتابخانه اینترنتی آوای بوف. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام بستر خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمامی فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. تقدیم است به یگانه پسر عزیز و نازنینم دکتر روزبه. مسافران شهر هرت. یادش بخیر، عشقی پاک باخته بود و سرانجام هم در پای معشوق جان شیرین را تقدیم کرد. میخواستم به شهر هرت گذری کنم که شعر عشقی بر روی برگهای پهن درخت مویی که روی دیوار حیاط خرامان خرامان قصد داشت خودش را به انتهای دیوار برساند برایم نمایان شد و همانطور که از پنجره اتاقم به درخت پرپیچ و خم خیره شده بودم و در فکر سفر به شهر هرت بودم، اشعار عشقی را روی برگ درخت مشاهده می کردم که گویا پیامی از طرف عشقی برایم آورده بودند. خاکم به سر ز غصه به سر خاک اگر کنم، خاک وطن که رفت چه خاکی به سر کنم. آخ کلاه نیست وطن گر که از سرم برداشتن، فکر کلهی دگر کنم. مرد آن بود که این کلهش بر سر است و من نامردم ار که بی کله آنی به سر کنم. من آن نیم که یک سره تدبیر مملکت، تسلیم هرزگرد قضا و قدر کنم. اشکی که از چشمانم بی اختیار جاری شده بود مانع دید می شد و نمی توانستم بقیه اشعار را با جان و دل بخوانم. لذا تصمیم گرفتم قدری تحمل کنم تا نفسی که در گلویم گره خورده بود و آزارم میداد دست از لجاجت بردارد و در همین فاصله به عشقی و آثارش فکر می کردم. به اپرای رستاخیز شهریاران ایران، به مداین که یک نگاهش خاقانی را چنان دگرگون کرد که سرود: هان ای دل عبرت بین از دیده نظر کن، هان ایوان مدائن را آیینه عبرت دان، یک ره ز لب دجله منزل به مدائن کن، و از دیده دوم دجله بر خاک مدائن ران و الی آخر. و عشقی نیز وقتی نظری به مدائن می اندازد اپرای رستاخیز شهریاران ایران را می سراید. اکنون که مرا وضع وطن در نظر آمد، بینم که زنی با کفن از قبر در آمد. ای مردم چون مرده استاده ایران، من دختر کسرایم شهزاده ایران، ملکزاده دیرین جگرگوشه شیرین. این خرابه قبرستان نه ایران ماست، این خرابه ایران نیست، ایران کجاست؟ شهر هرت را فراموش کردم و گفتم ابتدا دیداری از ایوان مدائن داشته باشم. من این سفر را همراه شما یاران آغاز می کنم. یارانی که به جای جای ایران عزیز سفر کرده اند و از مکانهای دیدنی مختلفی دیدار داشته اند، مسلم است با حقیر نیز به راحتی و میل و رغبت همراه خواهند شد. پس ساک‌های سفری را آماده می کنم و نه با پای دل به دیدار مدائن خواهیم رفت. ای وای، مدائن که اکنون در ایران ما نیست، غریبانه در خاک اجنبی به خاک ذلت نشسته و حسرت گذشته را می خورد. چه روزگاران پرشکوهی در دل تاریخ گرانقدر خود دارد. روزگاری خسرو انوشیروان بر روی سنگ فرشش گام برمی داشت و عدالت گستری می کرد. حال از دوستان خبری نیست. دشمنان دور تا دورش را احاطه کرده اند. به جز سروده خاقانی
هیچ چیز دیگری نمیتوان گفت. اجازه میخواهم از همان کلام خاقانی چند بیتی استفاده کنم. هان ای دل عبرت بین، از دیده نظر کن. هان ایوان مدائن را آینه عبرت دان. یک ره ز لب دجله منزل به مدائن کن، و از دیده دوم دجله بر خاک مدائن ران. خود دجله چنان گرید 100 دجله خون گویی، که از گرمی خونابش آتش چکد از مژگان. بینی که لب دجله چون کف به دهان آرد، گویی ز تف آهش لب آبله زد چندان. از آتش حسرت بین بریان جگر دجله، خود آب شنیدستی کآتش کندش بریان. آری چه عجب داری کاندر چمن گیتی، جغد است پی بلبل نوح است پی الحان. ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما، بر قصر ستمکاران تا خود چه رسد خذلان. بر دیده من خندی کینجا ز چه می گرید، خنده بر آن دیده کینجا نشود گریان. به راستی که دوم دجله بی اختیار از دیدگان هر ایرانی جاری می شود و ما هم بدون اینکه متوجه گذشت زمان بشویم ساعتها سیل آبی از دیدگانمان جاری کردیم و آهی جگرسوز از اعماق سینه بیرون دادیم که لبهایمان را سوزاند. و چون راهی طولانی در پیش رو داریم، لذا با غم و اندوهی جانستان از مدائن دور شدیم و به طرف شهر هرت مقصد اولیه حرکت کردیم. در این سفر به جز شما که نظاره‌گر هستید 14 تن از آزاد اندیشان و دوستان مرا همراهی می کنند که همگی قصد دارند از جاهای دیدنی و تاریخی شهر هرت بازدید نمایند تا توشه‌ای از این سفر داشته باشند. البته باید این 14 نفری که همراه من هستند با 14 نفری که نامه ای را امضا کرده بودند و از آقای خامنه‌ای خواسته بودند استعفا دهد اشتباه نگیرید. آن شیران همکنون که ما آماده سفر می شویم در زندانهای رژیم جمهوری اسلامی به جرم نوشتن همان نامه محبوس هستند و کاری به کار ما ندارند. به سفر خود در جاده‌های خاکی و صعب العبور ادامه می دهیم و برای اینکه خسته نشویم هر 50 کیلومتر را 1 نفر پشت فرمان قرار می گیرد که البته از جمع 15 نفری ما 8 نفر می توانند با مینیبوس رانندگی کنند تا اینکه به بالاترین نقطه کوهی رسیدیم که اگر اراده می کردیم می توانستیم از چشمه‌های ابرهای بالای سرمان با جام‌های خود آبی زلال برداریم و بنوشیم. کوه نشانی از مقاومت و ایستادگی چندین هزار ساله دارد. از ماشین پیاده شدیم. در هوای خنک و نمناک بر سنگ‌های مقاومش پای نهادیم. تا مقاومت را پاهایمان احساس و معنی کند، شروع کردیم دست جمعی به خواندن سروده‌ای از فرخی یزدی. قسم به عزت و قدر و مقام آزادی، که روح بخش جهان است نام آزادی. به پیش اهل جهان محترم بود آن کس که داشت از دل و جان احترام آزادی. چگونه پایگذاری به صرف دعوت شیخ، به مسلکی که ندارد مرام آزادی. 1000 بار بود به ز صبح استبداد، برای دست پا بسته شام آزادی. به روزگار قیامت به پا شود آن روز، کنند رنج بران چون قیام آزادی. اگر خدای به من فرصتی دهد 1 روز، کشم ز مرتجعین انتقام آزادی. ز بند بندگی خواجه کی شوی آزاد، چو فرخی نشوی گر غلام آزادی. پس از خواندن شعر و قدری پیاده روی و مشاهده دره عمیقی که در پیش روی داشتیم، دوباره سوار اتومبیل شده و به راه خود ادامه دادیم تا اینکه راننده با خوشحالی بانگ برآورد دروازه‌های شهر هرت پیدا شد که بلافاصله چند نفری به جلوی اتومبیل آمده و از شیشه جلو سعی کردند دروازه‌های شهر هرت را تماشا کنند که من گفتم دوستان، شهر هرت دروازه ندارد. اتفاقاً شهر هرت شهر بی در و دروازه است و این تنها ساختمان گمرک و مرزبانی شهر هرت است.
باید مدارک خودتان را آماده کنید که به مقصد رسیده ایم. همگی شاد و خوشحال ساک‌ها را جستجو می‌کردیم تا پاسپورت‌هایمان را آماده داشته باشیم. درست در همین لحظه به مرزبانی رسیدیم و با اتومبیل داخل شهر هرت شدیم. با راهنمایی ماموران مرزبانی اتومبیل را در انتهای محوطه پارکینگ مرزبانی پارک کردیم و هرچه گفتیم ما می‌خواهیم با اتومبیل خودمان به شهر شما برویم قبول نکردند که نکردند. گفتند شما باید نمره ماشین را کاپوتاژ می‌کردید. حال مجبورید ماشین را اینجا پارک کنید و با اتومبیل کرایه به گردش بپردازید. گویا درست می‌گفتند. ما با این مسئله بیگانه بودیم. پرسیدم کجا باید پارک کرد؟ گفت باید از اینجا برید بیرون در خارج از محوطه گمرک پارک کنید. گفتم آنجا امن هست؟ جواب داد این همه ماشین پارک شده چطور امن نیست؟ دیدم حق با ایشان است. لذا به اتفاق دوستان رفتیم اتومبیل را در یک بیابان خاکی بی آب و علفی که به جهنم طعنه میزد پارک کردیم و ساک‌ها و وسایلمان را برداشتیم و با پای پیاده به طرف گمرک و پاس کنترل رفتیم. در محوطه پاس کنترل برای ورود به شهر هرت به جز ما 15 نفر 2 نفر بیشتر نبود. اما از آن طرف که فاصله چندانی با باجه‌های ورودی به شهر هرت را نداشت، برای خروج جمعیت زیادی در انتظار کنترل پلیس برای خروج بودند. ما که کاملا خسته شده بودیم، ساک‌ها را به زمین گذاشتیم تا نفسی تازه کنیم. ناگهان ترمز شدید اتومبیل و صدای برخورد ماشین‌ها توجه همه را به بیرون ساختمان گمرک و خیابان جلوی ساختمان جلب کرد. و کاتب زرین قلم، روزنامه‌نگار و ژورنالیست گروه ما بر حسب غریزه به طرف صدا دوید و از ساختمان گمرک خارج شد. در همین بین یک نفر ساک پاکباخته را برداشت و فرار کرد که خوشبختانه آقای چهارچشم مشغول فیلم برداری از محوطه بود که چهره سارق و نحوه سرقت ساک را فیلم گرفت. آقای پاکباخته که گویا تمامی ارزهایش هم در ساک با وسایل شخصیش جاسازی کرده بود، تو سرش میزد و این طرف و آن طرف میدوید و فریاد میزد دزد دزد دزد. آقای وکیلی قدری پاکباخته را آرام کرد و گفت بهتر است به جای تو سر زدنها هرچی زودتر بری پیش پلیس و گزارش تهیه کنی. و با پیشنهاد اکثر دوستان قرار شد به دفتر پلیس گمرک برود که چهارچشم گفت عجله کن، دزد دوباره برگشته همینجا، یواشکی نگاهش کنید. آقای وکیلی پرسید مطمئنی خودشه؟ چهارچشم جواب داد بله که مطمئنم. مگه میشه این مرتیکه را با آن سیبیل‌های بلند و ابروهای مشکی پرپشتش عوضی بگیرم؟ بیایید تصویرش را نگاه کنید. وکیلی گوشی را از چهارچشم گرفت و فیلم را نگاه کرد و گفت حق با آقای چهارچشم است، تا در نرفته برید شکایت کنید. ما هم مواظب هستیم، هر جا که برود دورادور تعقیبش میکنیم. من به اتفاق چهارچشم و پاکباخته به دفتر پلیس رفتیم که به جز یک سرباز کس دیگری آنجا نبود. به سرباز گفتیم ما آمدیم گزارش یک سرقت را بدهیم. سرباز هم شانه‌هایش بالا انداخت که به من ربطی ندارد، باید صبر کنید فرمانده خودشان تشریف بیاورند. احتیاجی نبود برای زمان انتظار با سرباز 1 به 2 کنیم، چون یک افسر در حالی که با گوشی موبایلش صحبت می‌کرد وارد دفتر شد و به ما هم لبخندی زد و با اشاره تعارف کرد روی صندلی بشینیم. ما هم نشستیم و او هم به مکالمه‌اش ادامه داد. افسر: پس فرمودید اداره راهنمایی و رانندگی شاکی هستند. خب ژورنالیسته، فهمیدم. بفرمایید شکوایی تنظیم شده یا خیر؟ بله تلفنگرا میفرمایید، مانعی نداره. چشم. در بازداشت است، پرونده را تشکیل میدهم. مطمئن باشید مولای درزش نمیره. ما این موها رو تو آسیاب سفید نکردیم قربان. فدای شما، خدا نگهدار. خب بفرمایید چه خدمتی از بنده برمیاد؟ در خدمتیم. پاکباخته: جناب ژنرال، دستم به دامنتان. ساکم را که تمام دار و ندارم در آن بود توسط فردی به سرقت رفته که اکنون در سالن گمرک است. افسر: اولا من ژنرال نیستم و درجه من سرهنگی است. دوما من مردم و دامن ندارم که دست شما بهش برسه، چیز دیگری دارم. سوما چرا تمام دار و ندارت را در یک ساک گذاشتی که حالا اینطور ناله و زاری بکنی؟ رابعاً با خیال راحت بنشینید و شرح ماوقع را بنویسید.
پاکباخته: قربان، سارق امکان دارد فرار کند. لطفاً دستور فرمایید ایشان را تا فرار نکرده دستگیر کنند. سرهنگ: از کجا مطمئنی سارق در سالن است؟ چهارچشم: قربان، من از سارق هنگام سرقت فیلم گرفتم و تصویرش خیلی واضح در دوربین بنده هست. سرهنگ: شما فیلم گرفته اید؟ مگر می دانستید کسی می خواهد از ایشان سرقت کند؟ چهارچشم: خیر قربان، من در حال فیلم برداری بودم که تصادفی این صحنه را گرفتم. سرهنگ: شما از سارق اجازه فیلم برداری گرفته بودید؟ یعنی با اجازه ایشان ازش فیلم گرفتید؟ چهارچشم: اجازه چی؟ سرهنگ: طبق قوانین مترقی شهر هرت، وقتی کسی می‌خواهد از شخصی فیلم بگیرد، باید با اطلاع و اجازه طرف باشد. برای همین هم هر کجا که دوربین فیلم برداری نصب شده، نوشته شده در این مکان دوربین فیلم برداری نصب می باشد. یعنی آقایان، دزدها، مردم متوجه اعمال خود باشید. ما به همه مردم بها می دهیم. بدون اجازه آنها محال است عکس یا فیلمی گرفته شود. من زبانم بند آمده بود و هاج و واج فقط نظاره‌گر شده بودم. بیچاره پاکباخته که حالا به شدت عصبانی هم شده بود و عصبانیت داد زد: آقا جان، ساک مرا دزدیدند و از دزد هم مدرک دارم. دزد همینجا بیخ گوشمان است. شما اقدام میکنید یا من خودم وارد عمل شوم؟ سرهنگ: کدام مدرک؟ چه مدرکی داری؟ لطفاً رو کنید. چهارچشم: عرض کردم آقا، ازش فیلم گرفتیم. از این مدرک بالاتر؟ سرهنگ: من که در مورد فیلم توضیح کامل دادم. چهارچشم: بسیار خوب، پس ما خودمان وارد عمل می‌شویم و این فیلم را در سایت‌های خبری و تلویزیون‌های ماهواره‌ای به نمایش می‌گذاریم تا وجدان و افکار جهان پاسخ شما را بدهد. شما خودتان خواستید که من این فیلم را پخش کنم و خواهیم دید بعد از پخش فیلم جواب شما چه می‌تواند باشد. سرهنگ از پشت میز بلند می‌شود و به طرف چهارچشم رفته یقه او را می‌گیرد. من را تهدید می‌کنی؟ یقه‌اش را ول می‌کند. چی داری میگی؟ پخش میکنم. غلط میکنی. من همکنون دستور میدهم این فرد را دستگیر و به اینجا بیاورند و شما باید ثابت کنید سارق شما همین فرد است. چهارچشم: ما ازش فیلم داریم. سرهنگ: اون فیلمو بذار در کوزه و آبشو بخور. باید اول مجوز فیلم برداری را ارائه بدی. از اتاق بیرون میرود و بدون اینکه از چهارچشم بخواهد فیلم و عکسش را نشان دهد، بعد از چند لحظه وارد اتاق میشود و پشت میزش قرار میگیرد. حالا معلوم میشه دزد کیه و مقصر کیست. همین الان طرف شما را میآورند. حرفش تمام نشده بود که سربازی به اتفاق مردی با سیبیل‌های از بناگوش در رفته و ابروانی مشکی و پرپشت مثل دسته جارو وارد اتاق شد و پایی برای سرهنگ کوبید و گفت: قربان، آقای پاکدست. سرهنگ سری تکان داد و با اشاره دست سرباز را مرخص کرد و سپس رو به مرد گفت: بفرمایید بنشینید جناب آقای پاکدست. میبخشید که مزاحم شما شدیم، اما متاسفانه باید خودتان تشریف میآوردید تا گرهی از کار ما باز شود. پاکدست: در خدمتم جناب سرهنگ، شما امر بفرمایید. سرهنگ: این آقایان اظهار می‌دارند ساکشان توسط شما به سرقت رفته و برای اثبات این گفته خود از شما در حین سرقت فیلم گرفتند. پاکدست: اولا جناب سرهنگ میبخشید، من به نحوه فرمایش شما اعتراض دارم. توقع نداشتم هرچی اینا گفتند شما هم همانها را مطرح بفرمایید. اینها بنده را نمیشناسند. شما که ما را خوب میشناسید. ما از جنهای مرغوب و خوب هستیم قربان. سرهنگ: بله قبول دارم، حق با شماست، اما با همه این حرفا بفرمایید چه جوابی برای اینها دارید؟ پاکدست: اولا جناب سرهنگ فرض میکنیم که من مرتکب چنین کاری شده باشم. این آقایان ابتدا باید بفرمایند مجوزی از من یا شما داشتند که از من فیلم گرفتند. من در همین رابطه از آقایان شکایت میکنم. به چه حقی بدون اجازه من از من فیلم گرفتند؟ باید در محضر دادگاه جوابگو باشند و طبق قانون من خواستار مجازات مجرمین هستم. سرهنگ خطاب به چهارچشم: بفرمایید حالا تحویل بگیرید. آقای پاکدست، شما قصد دارید رسما شکوایه‌ای تنظیم کنید؟ پاکدست: بله جناب سرهنگ، رسما از ایشان شکایت میکنم. سرهنگ: خب هنوز هم شما معتقد هستید ایشان سارق ساک شماست؟ پاکباخته: بله که معتقدم. اینهاش خودش هم میتواند فیلمش را نگاه کند. سرهنگ:
مثل اینکه شما حرف حساب سرتان نمیشود. اون فیلم مدرک نیست و تازه سند جرم نیست. برای این آقا که فیلم گرفتند دلیل میخواهم آقا، دلیل. پاکباخته در نهایت عجز و ناتوانی میگوید چه دلیلی باید ارائه بدیم؟ میخواهید چند تا شاهد بیاوریم شهادت بدن؟ سرهنگ: شاهد هم داشتید؟ پس چرا از اول نگفتید؟ خب این شهود کجا هستند و چگونه این سرقت را مشاهده کردند؟ پاکباخته: از دوستان خودمان هستند، همسفرانمان. سرهنگ: آنها چطوری میخواهند شهادت بدن؟ خودشان با چشمان خودشان شاهد سرقت بودند؟ پاکباخته گویا متوجه منظور سرهنگ شده با حالتی زار: البته سرقت را با چشمان خودشان ندیدند، اما از طریق همین فیلم میتوانند شهادت بدن. سرهنگ با تاکید و صدای بلند گفت: دست بردارید آقا، شما مثل این که نمیخواهید متوجه اوضاع وخیم خودتان بشوید. 2 جرم غیرقابل گذشت انجام دادید. 1، همانطور که عرض شد، فیلم برداری بدون مجوز از یک شهروند اعتقادی شهر هرت و تهمت و افترا به یک انسان معتقد که بر اساس شکایت آقای پاکدست شما آقای چهارچشم بازداشت هستید تا فردا همراه پرونده تنظیمی نزد آقای قاضی بروید. و شما آقای پاکباخته، تهمت زدن به جناب آقای پاکدست شهروند محترم شهر هرت و به علت عدم توانایی در اثبات آن بر اساس شکایت جناب آقای پاکدست بازداشت می‌شوید تا شما هم نزد قاضی بروید. چهارچشم: جناب سرهنگ، قاضی چه حکمی صادر خواهد کرد؟ سرهنگ: والا نمیدانم، اما جرم شما که بدون مجوز از یک شخص محترم فیلم گرفته اید و تهدیدش کردید بین 3 تا 6 سال زندانی دارد. بستگی دارد به نظر قاضی. پاکباخته: برای من چه حکمی صادر می شود؟ سرهنگ: و اما شما به علت تهمت و افترا به یک انسان شریف و معتقد و ناتوانی در اثبات ادعای پوچ خود بین 3 تا 6 سال حبس در انتظارتان خواهد بود، البته اگر آقای پاکدست در مورد شما گذشت کنند. اما اگر چنانچه خواهان مجازات شما و ادعای شرف بکنند، حبس شما به 6 سال تا 8 سال تبدیل خواهد شد. آن هم بستگی دارد به نظر قاضی. پاکباخته: عجب اوضاعی است. سارق آزاد می‌گردد و مالباخته زندانی می‌شود. مجرم تبرئه می‌شود و فیلمبردار مجرم شناخته می‌شود. بسیار منصفانه است. پس دست چه کسی قطع می‌شود و کی سنگسار؟ سرهنگ: شما اعتراضی دارید؟ چهارچشم: خیر جناب سرهنگ، آقای پاکباخته فرمایش شما را تایید کردند. سرهنگ: راستی یک بازداشتی دیگری هم داریم. سرباز: یک بازداشتی در بازداشتگاه است. فوراً بیارش اینجا تا من میرم مستراح و برمیگردم اینجا باشه. راستی شما که هنوز اسمتان را هم نمیدانم، حرفی نزدید. شما از کسی شکایت دارید؟ من من کنان گفتم: خیر جناب سرهنگ، من اصلا اهل شکایت و اینجور حرفا نیستم، اما در گروه ما وکیلی هست. اگر اجازه بفرمایید بگم بیان خدمتتان، شاید بتوانند کمکی بکنند. سرهنگ: مانعی ندارد، فقط خیلی زود برو ایشان را تا من برمیگردم بیار. ما وقت زیادی نداریم بی خودی هدر بدیم. بلافاصله با شتاب و عجله رفتم پیش بچه‌ها و ازشون خواستم خوب حواسشون رو جمع کنند، چون اوضاع بر وفق مراد نیست، و از آقای وکیلی خواستم که به فریاد آقای پاکباخته و چهارچشم برسد و در همان چند قدمی که باید طی کردیم تا به دفتر سرهنگ برسیم کل ماجرا رو برای وکیلی تعریف کردم و سپس به اتفاق وارد دفتر سرهنگ شدیم و با تعجب مشاهده کردیم کاتب زرین قلم هم در حالی که دستبندی به دست دارد روی یکی از صندلی‌ها نشسته است. وکیلی با تعجب پرسید: زرین قلم، تو اینجا چی کار میکنی؟ زرین قلم: برای بچه‌ها تعریف کردم. خب صدای تصادف باعث شد من برای مشاهده صحنه تصادف از محوطه پاس کنترل پلیس رفتم تو خیابون. یک ماشین شاسی بلند از پشت به شدت زده بود به یک ماشین کوچکی مثل پراید خودمان. صندوق عقب را تا نزدیکی صندلی راننده جمع کرد که البته خسارت جانی به بار نیامد. پلیس راهنمایی هم بلافاصله رسید و ماشین خرد شده کوچک را مقصر دانست. من گفتم: جناب سروان، این اتومبیل از پشت زده به این بنده خدا. مقصر کسی است که از پشت زده، نه این مادر مرده. با همین فضولی کار دست خودم دادم. به عنوان دخالت در کار پلیس و خرابکاری و ایراد به مأمور دولت در حین انجام وظیفه و ورود بدون گذرنامه به شهر هرت بازداشت شدم. وکیلی: بچه‌ها مواظب باشید، در بد شرایطی قرار داریم. اینجا هیچ قانونی حاکم نیست. هر کس هر گوهی دلش می‌خواهد می‌خوره.
فکر میکنم شما هم باید به غلط کردن بیفتید. سرهنگ در همین لحظه وارد می شود و وکیلی از جایش بلند شده با لبخند ملیحی سلامی به سرهنگ می کند و سرهنگ هم با تمسخر جواب وکیلی را می دهد. میشه شما خودتان را معرفی کنید؟ وکیلی با تمسخر سرهنگ جا خورده بود و خیلی آرام گفت: من دکتر بهزاد وکیلی، وکیل پایه 1 دادگستری هستم. سرهنگ: خب آقای وکیل پایه 1 دادگستری، آمدی اینجا چه کار کنی؟ وکیلی با دلهره و ترس گفت: کجا؟ سرهنگ: کجا؟ تو دفتر من، اینجا چه کار داری؟ وکیلی: در صورتی که شما اجازه بفرمایید قصد دارم از دوستانم دفاع کنم. سرهنگ با تمسخر و لبندی گفت: شما که همیشه از دوستان دفاع می کنید آقای وکیلی. وکیلی: ببخشید متوجه فرمایش شما نشدم. سرهنگ: ولش کنید، همینجوری حرفی زدم. خب حق الوکاله شما را کی می‌خواهد بدهد؟ وکیلی: اختیار دارید جناب سرهنگ، دوستان که نباید حق الوکاله بدهند. سرهنگ با تأکید و عصبانیت گفت: اینو تو به من نگو، هیچ گربه ای محض رضای خدا موش نمیگیره، خودتی آقای وکیل. وکیلی: حالا چه فرق میکنه جناب سرهنگ، بنده حق الوکاله بگیرم یا نگیرم، دوستان پرداخت کنند یا افراد دیگری بدهند؟ سرهنگ: هان، آمدی سر اصل مطلب، بگو ببینم اصلا تو چه کاره هستی که هر وقت مجرم و جاسوس و خیانتکاری دستگیر می شود سر و کله تو هم پیدا می شود، هر وقت جنایتکاری را دستگیر کردیم تو میای وکیلش میشی. وکیلی: من قربان، من برای اولین باری که به شهر هرت آمدم. سرهنگ: چه فرقی میکنه، تو با همکارات همگی از یک قماش هستید، سر و ته یک کرباسید، مدافع خس و خاشاک. وکیلی: جناب سرهنگ چه فرمایشیه که میفرمایید؟ بنده خدمت رسیدم تا متوجه شوم دوستانم چه جرمی مرتکب شده‌اند. سرهنگ: دوستانت؟ اشاره به پاکباخته می‌کند. به یک فرد معتقد شریف درستکار تهمت دزدی زده و این آقا اشاره به سارق می‌کند. ایشان شاکی محترم این پرونده هستند و اعاده حیثیت کرده‌اند. و اما این یکی بدون اجازه از مردم فیلم میگیرد و میخواهد با پخش آن آبرو و حیثیت مردم شریف شهر هرت را به باد دهد. زهی خیال باطل. این شهر قانون داره، شهر بیقانونی نیست. و اما این آقا اشاره به زرین قلم میکند. یک جرم اساسی دارد و آن ژورنالیست بودن است. تو هر سوراخی سرک میکشد که خبر راست و دروغ تهیه کند. این بزرگترین جرم در شهر هرت است. درست مثل شما که نخود هر آشی میشوید و مرتب از اغتشاشگران و خرابکاران و عوامل بیگانه حمایت میکنید. شما هم باید این بار جوابگوی اعمال جنایتکارانه خود باشید. دفاع از جانیان. حسابت را این بار خواهیم رسید. وکیلی: من که هنوز درباره دوستانم حرفی نزدم. سرهنگ: چه حرفی زده باشی و چه نزده باشی برای من فرقی نمی کند. اعمال مجرمانه شما محرزه و چه خوب شد با پای خودتان تشریف آوردید. شما هم بازداشت هستید. به عقیده من یک وکیل خوب جایش تو زندان است، نه اینکه راست توی شهر برای خودش بگردد. وکیلی: ولی شما نمی توانید هر کاری دلتان خواست با ما بکنید. سرهنگ: ما می کنیم و شما خواهید دید. وکیلی: قوانین بین المللی حقوق بشر چه می شود؟ وجدان بیدار جهانی چنین اجازه ای را به شما نمی دهد. سرهنگ: ما قوانین حقوق بشر خودمان را داریم. قانون بشر شهر هرت. وکیلی: همین قانونی که مال باخته را زندانی می کند، دزد را آزاد، لابد زناکار آزاد است و کس دیگری سنگسار و کسی که لواط می کند حتما تشویق می شود و مفعول اعدام. سرهنگ: بله اتفاقا درست گفتید، قوانین ما به همین شکل و فرمه. حالا اگر حرفی ندارید به کارمان برسیم. خطاب به من: خب بگو ببینم تو این وسط چه کاره هستی؟ من جناب سرهنگ، من هیچی، بادو شما و این آقایان هستم. هر امری بفرمایید به روی چشم. در یک چشم هم زدن با جان و دل انجام وظیفه میکنم قربان. سرهنگ: تو هم از این مجرمین شکایتی داری یا نه؟ البته جناب سرهنگ، اما اجازه بفرمایید من شکایتی تنظیم نکنم و شاهد دادستان باشم. سرهنگ: آفرین، معلوم می شود آدم تیزفهم و باهوشی هستی. بفرمایید شما مرخصید. از اتاق سرهنگ بیرون آمدم و نفسی که در سینه ام حبس شده بود و باعث فاصله افتادن استخوان‌های سینه ام شده بود را به آرامی بیرون دادم.
و چند نفس بلند دیگر کشیدم و رفتم پیش دوستان. به آنها گفتم اوضاع قمر در عقرب است. در این شهر هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست. هر آن امکان دارد اتفاق غیر قابل پیش بینی و ناگواری بیفتد و هیچ کس هم جوابگو نیست. باید هر چه زودتر از اینجا برویم. باید فوراً از این شهر لعنتی فرار کنیم. کتابی پرسید برای چی؟ آخه چه اتفاقی افتاده؟ پاکباخته و چهارچشم چی شدن؟ گفتم اینجا جاش نیست. بهتره بریم در یک رستوران بشینیم و غذایی سفارش بدیم تا من هم داستان را مفصل براتون تعریف کنم و هم تصمیم بگیریم که چه باید بکنیم. تعدادی از بچه‌ها نق و نوح کردند. حالا تو این شرایط کی حال داره غذا بخوره؟ اما با اصرار من بالاخره همگی قبول کردند و رفتیم در رستورانی که در جوار ساختمان گمرک بود. دور تا دور یک میز بزرگ نشستیم و گارسون را صدا کردیم که سفارش غذا بدهیم. از گارسون در حالی که سفارش‌های ما را یادداشت می‌کرد، آقای جامچی سوال کرد: این طرف‌ها آبشنگولی هم پیدا می‌شود؟ گارسون: بله آقا، شاید پیدا شود، اما خیلی خطرناکه چون امروز روز عزاداری است. جامچی: مگه امروز چه روزیه؟ گارسون: روز وفات یوشع پیغمبر است. جامچی: یوشع به شما چه مربوطه؟ گارسون: اختیار دارید آقا. به 124,000 پیغمبر اعتقاد داریم و برای همین به ما میگویند امت 124,000. ما به همه پیامبران احترام میگذاریم و روزهای تولدشان را جشن میگیریم و روزهای وفات هم برایشان سخت عزاداری میکنیم. جامچی: 124,000 پیغمبر؟ گیرم روزهای تولد و وفات را از روی تاریخ ننوشته پیدا کردید. اگر بخواهید فقط ایام وفات آنها را سوگواری کنید 123,635 روز کم می‌آورید. چگونه تولدشان را جشن می‌گیرید؟ بله آقا، حق با شماست، اما تولد و جشن تولد گرفتن زیاد مهم نیست. مهم وفات و عزاداری و ایام عزاست. بله شما صحیح می‌فرمایید. ما هر سال روزهای زیادی را برای عزاداری خیلی از پیامبران کم میاریم که مجبوریم قضای آن را به جا بیاوریم. یعنی بعضی از روزها مجبوریم یک عزاداری واقعی را انجام دهیم و تا 10 تا عزاداری قضا مثل نماز قضا خواندن. کتابی که حوصله‌اش سر رفته بود میان حرف گارسون و آقای جامچی پرید. ول کن آقا این حرفا را. حالا اگر یک روز از این زهر ماری ها نخوری چی میشه؟ ول کن این بنده خدا رو، بگذار بره کارش رو انجام بده. جامچی: من حرفی ندارم. حالا چرا ناراحت میشی آقای کتابی؟ بد شد، به اطلاعات شما هم اضافه شد. برو آقا جان، برو سفارش‌های ما رو بیار. گارسون با ناراحتی به طرف آشپزخانه میرود. کتابی: خب با اجازه دوستان شما بفرمایید چرا بچه‌ها نیامدند؟ چرا اوضاع قمر در عقرب است؟ حالا که میتوانید راحت حرف بزنید. دوستان، همانطور که میدانید اینجا شهر هرت است و این شهر شهرت داشت به بیقانونی. اما با دربند شدن دوستانمان باید به اطلاع برسانم این شهر دارای قوانین عدیده‌ای است که منحصر به همین شهر است. البته قوانینی بر ضد حقوق شهروندان، بر ضد عدل و انصاف، بر ضد آزادی و بر ضد تمام قوانین حقوق بشر. هر کاری که دلشان بخواهد با قوانین خودشان انجام می‌دهند و می‌گویند ما قوانین مترقی خودمان را داریم. ما قوانین حقوق بشری اعتقادی خودمان را داریم از هزاران سال پیش. باز آقای کتابی بی‌حوصلگی کرد و بیش از این تحمل نکرد و گفت: چرا اینقدر صغرا کبرا میچینی؟ تو که پشت میز خطابه نیستی. اصل ماجرا رو بگو. چه بلایی سر چهارچشم و دیگران آمده؟ چشم. پس توجه بفرمایید آقای پاکباخته به علت اینکه اموالش را سرقت کرده اند از 3 تا 6 سال حبس در انتظارش است که البته این در صورتی است که شاکی خصوصی نداشته باشند و اگر نه چند سالی بیشتر باید در زندان بماند. و آقای چهارچشم هم طبق قوانین مترقی شهر هرت چون از یک شهروند شریف سارق در هنگام سرقت بدون اجازه ایشان فیلم گرفته است، با در نظر گرفتن داشتن شاکی خصوصی که همان جناب آقای سارق باشند بین 3 تا 10 سال حبس را باید انتظار داشته باشند. و اما آقای وکیلی که با وکالت از متهمین شهر هرت خشم مقامات این شهر را بر علیه خود برانگیخته به جرم وکیل دعاوی بودن، ایشان هم شاید 10 سال را باید پشت میله‌های زندان بگذرانند. کتابی: چرا چرت و پرت میگی؟ کی وکیلی عهدهدار وکالت از اهالی شهر هرت شده بود که ما نمیدانستیم؟
آقای کتابی، لطفاً به من نگید که چرت میگم. این کلام مقامات انتظامی این شهر است. آنها اسم و رسم افراد برایشان فرقی نمی‌کند. مهم شغلشان است که مجرمانه است. مردک میگه ما هر وقت مجرمی داشتیم سر و کله یک وکیل هم پیدا شد. حالا اسمش برای ما فرقی نمی‌کند. چه تقی و چه نقی. طبق گفته سرهنگ وکیل خوب جایش در زندان است نه در شهر. آنها آقای وکیلی را به جرم وکیل بودن به راحتی محکوم می‌کنند. و اما آقای زرین قلم به پلیس یادآور شده در تصادفات غالباً اتومبیلی که از پشت میزند مقصر است. همین بهانه‌ای شده برای اداره راهنمایی و رانندگی که مدعی و شاکی شود که زرین قلم در کار آنها دخالت کرده و به مأمور دولت هنگام انجام وظیفه اهانت نموده. فکری: خب مگه کسی که از عقب به ماشین جلویی بزنه مقصر نیست؟ خودمانیم. شما هم داری جوک میگی ها؟ جوک نیست و حق با شماست، چون خیلی مسخره است، اما گویا طبق قوانین شهر هرت مجرم کسی است که اتومبیلش در جلوی ماشین دیگری قرار گرفته که باعث تصادف شده و یا افسر میتواند هر کس را که دلش بخواهد مقصر معرفی کند. و زرین قلم هم نه به خاطر این دخالت بلکه به علت داشتن شغل مجرمانه خبرنگاری سالیان سال باید در زندان شهر هرت عمرش را سپری کند. چون مقامات شهر هرت از دست این آقایان ژورنالیست ها دلشان خون است. هر وقت دزدی و اختلاسی شد و گفتند صدایش را در نیاورید، اینها رو کردند و بعدش هم رفتند زندان و دزدها هم سر کارشان ماندند. لذا معتقدند ژورنالیست واقعی هم مانند وکیل مردمی بهتر است در پشت میله های زندان باشد. خب آقای فکری و آقای کتابی، سوال دیگری ندارید؟ کتابی: چرا دوست من، ما چه کاری میتوانیم برای آنها انجام دهیم؟ همینطوری که نمیشه آنها رو ول کنیم به امان خدا. آقای کتابی محترم و دوستان عزیز من، فکر میکنم هیچ کاری در این شهر از دست ما بر نمی آید. فقط امکان دارد خودمان را هم گرفتار کنیم. باید از طریق مجامع بین المللی اقدام کنیم. فکری: این که نشد. یعنی بیخیال آقایان چهار چشم و پاک باخته و وکیلی و زرین قلم بشیم؟ این درست نیست. کتابی: شما راهکاری دارید؟ فکری: بابا بالاخره باید قدمی برداشت، مگه میشه بیخیال بود؟ شما یک زحمتی بکشید و بروید همین دفتر پلیس و سوال کنید دوستان ما را برای چی گرفتید؟ این عمل شما خلاف قوانین بین المللی است. فکری: بله که میرم، البته باید همگی با هم برویم. دوستان میخندند. بی خودی نخندید. اگر کسی نیاید من خودم شخصا میروم و به این بی‌عدالتی اعتراض میکنم. بروید، ولی مطمئن باشید از آن در هرگز بیرون نخواهید آمد، بلکه به بازداشتگاه هدایت میشوید تا بر اساس پرونده‌ای که برایتان تشکیل میدهند نزد مقامات قضایی بروید. فکری: جدی میگید؟ شوخی میکنید، درسته؟ نه، خیلی جدی میگم آقای فکری، میتوانید امتحان کنید. فکری: پس اینجوریه؟ حالا میفرمایید چه کار باید بکنیم؟ من عرض کردم بلافاصله تا اتفاق ناگوار دیگری رخ نداده باید از این شهر رفت بدون هیچ گونه درنگ. فکری: پس سفرمان چی می شود؟ کلی هزینه کردیم، این همه راه آمدیم تا از شهر هرت دیدن کنیم. خب حالا که می خواهیم برگردیم اول بریم شهر را خوب بگردیم، بعداً سر فرصت از اینجا می رویم. شما مثل این که حرف حساب سرتان نمی شود. من میگم نره، تو میگی بدوش. بابا نمیشه یک لحظه هم اینجا ماند، خطرناک است. فکری با عصبانیت و خشم میگوید چرا تو فقط حرف خودت را میزنی؟ شاید دیگران هم با من موافق باشن، نه با تو. کتابی: این که دیگه ناراحتی نداره آقای فکری، سوال میکنیم، اکثریت هرچی گفت همان کار را میکنیم، قبوله؟ فکری: بله که قبوله. آقایان من میگم حتی اگر شده بریم یک دوری تو شهر بزنیم، چون این همه راه آمدیم شهر هرت را ببینیم. طوری نمیشه، میریم یک گشتی میزنیم و بعدش طبق نظر آقای کتابی و ایشان برمیگردیم. حالا هر کسی با نظر من موافقه دستش را بلند کنه. فقط جامچی دستش را بلند کرد. کتابی: خب دیدید آقای فکری، خوشبختانه دوستان واقع بین هستند و خطر را به خوبی احساس میکنند. پس بعد از صرف غذا حرکت میکنیم. فکری: من باز هم مخالفم و میگم این درست نیست، باید بریم تو شهر گشتی بزنیم. کتابی: اگر زیاد ناراحت هستید شما می توانید راهتان را از ما جدا کنید و برید شهر را بگردید و بعد خودتان تنهایی بیایید. من دیگر اجازه صحبت به کتابی را ندادم و گفتم دوستان من اقرار می کنم آمدن ما به این سفر از ابتدا غلط بود و بدون مطالعه و شتاب زده انجام گرفت. دوستان وقت را نباید تلف کرد. ما هر لحظه زودتر از این شهر دور شویم به نفعمان است. حالا که اکثریت موافق رفتن هستند لطفاً این بحث را تمام کنید و آماده باشید بعد از صرف غذا فوراً حرکت کنیم.
من تا غذا را بیاورند با اجازه سری به بانک میزنم و قدری ارز چنج میکنم. لطفاً بس بی بس. با خیال راحت به آن طرف خیابان رفتم. چند قدمی پایین‌تر بانکی بود. هنوز چند گامی مانده بود به بانک برسم. تعدادی ماشین‌های نظامی با سر و صدای زیادی از جلوی من رد شدند و در کنار رستوران توقف کردند. دلم هوری ریخت پایین. عده‌ای سرباز با سلاح‌های مختلف از آنها پایین آمدند و جمعی رستوران را محاصره کردند و تعداد زیادی به داخل رستوران رفتند. چند قدمی به طرف رستوران رفتم که صدای شلیک چند گلوله و ناله و فریاد جمعی و صدایی که از یک بلندگوی دستی پخش می‌شد را شنیدم. صدای بلندگو: آرام باشید، آرام باشید. کوچکترین حرکتی باعث تیراندازی دوباره مأموران خواهد شد. حالا تعدادی از مردم بیرون رستوران تجمع کرده بودند و مثل من نظاره‌گر این صحنه بودند. مردم شریف شهر هرت، ای همشهریان محترم، به خواست و اراده خداوند و با همت و زحمات شبانه روزی مأموران خادم و صدیق ضد اطلاعات، این گروه جاسوس و خرابکار بیگانه پس از مدت‌ها ردیابی امروز در این رستوران به دام سربازان و پیشمرگان پروردگار یکتا افتادند. مردمی که بیرون رستوران تجمع کرده بودند شعار می‌دادند: ارتش ما الهیه، کاراش همه خداییه. این جنایتکاران قصد خرابکاری در تأسیسات شهری و نظامی را داشتند. شعار مردم به گوش می رسید که می گفتند: جاسوس اجنبی ها اعدام باید گردد. در این لحظه چند قدمی به طرف رستوران برداشتم که صدای یکی از دوستان باعث شد در جایم میخکوب شوم. او فریاد می زد: ما جاسوس نیستیم، ما فقط عده‌ای توریست هستیم که می‌خواستیم شهر شما را ببینیم. باز هم شعار مردم که فریاد می‌زدند: تفریح و عیش نداریم، درفش و شیشه داریم، و باز صدای کسی که از بلندگو پخش می‌شد: بعداً معلوم می‌شود کی جاسوس است و کی توریست. صدای کتابی را به خوبی تشخیص دادم که فریاد می‌زد: بر فرض که حرف شما درست باشد، ما که اسلحه نداشتیم، چرا به طرف ما شلیک کردید و 4 نفر از ما را کشتید؟ و آن مرد جواب داد: عکس‌العمل دوستان شما خشن بود و مأمورین فقط انجام وظیفه کردند. و باز کتابی داد می‌زد: چرا به سرهایشان شلیک کردید؟ چرا پاها را هدف قرار ندادید؟ و مرد گفت: به پاها هم شلیک کردیم. ابتدا به سر زدیم، سپس به پاها شلیک کردیم. حالا دیگه راه بیافتید. زیادی معطل شدیم. بلندگو را خاموش کرد، اما صدایش را من و تمام کسانی که در آن محل ایستاده بودند می‌شنیدند که می‌گفت: زیاد ناراحت نباشید. شاید شما جاسوس نباشید، اما ما شما را گروگان گرفته ایم تا با دوستان تروریستی که در بند کشورهای خارج هستند مبادله کنیم. پس بهتر است همکاری کنید و خودتان و ما را به زحمت نیندازید. هرچه را که بازجوها می‌خواهند بنویسید و قبول کنید. حتی باید جلوی دوربین هر آنچه را که آنها می‌خواهند اعتراف کنید. یک وقت فکر نکنید می‌توانید از زیر شکنجه قصر در برید. نه، حماقت محض است، چون عاقبت به اعتراف خواهید رسید. پس عاقل باشید و زیاد هم نگران نباشید. بعد از این چه‌ها را در حالی که به دست‌هایشان دستبند زده بودند کمک کردند تا سوار کامیون‌های ارتشی شوند و بعد چند سرباز جسد بیجان و غرق در خون 4 نفر دیگر از همراهان من را پشت کامیونی انداختند و به سرعت از آن منطقه دور شدند. حال من ماندم و این حجم بزرگ خاطرات شهر هرت در حالی که نمی‌توانستم کوچکترین حرکتی کنم. حتی یارای گام برداشتن هم نداشتم. فقط توانستم آرام کنار تیر چراغ برقی بنشینم و به آن تکیه دهم تا تعادلم به هم نخورد. من ماندم تک و تنها با اندوه دوستانی که برای هیچ و پوچ جان باخته بودند و یارانی که بی یار و یاور و شاید هم بدون هیچ امید و روزنی به نجات در بند بودند. باید برای دقایقی که در پیش روی دارم تصمیم می گرفتم، اما مغزم هیچ گونه فعالیتی نداشت. به قول امروزی ها هنگ کرده بود. آنقدر در همانجا بدون حرکت نشستم تا اینکه هوا تاریک شد و در تاریکی شب سعی کردم از این کثافتخانه به نام شهر هرت فرار کنم. پایان 21,400. نام کتاب: مسافران شهر هرت. نویسنده: ف الف. ناشر: نشر آوای بوف. سال انتشار 1400. گویش: نسیم. ادیت فنی: قاسم قرداغی. موضوع: مجموعه داستان کوتاه.
تهیه شده در کتابخانه اینترنتی آوای بوف. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام بستر خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمامی فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. avayaboof.com معلم: در این دفتر می‌خواهم بعضی آدم‌ها را که با هم نوعان خود وجه مشترکی دارند و از خیلی لحاظ شبیه هم هستند با هم مقایسه کنیم تا شاید بتوانیم به درستی درباره آنها قضاوت کنیم. همانطور که می‌دانید بشر بر اساس کتب مقدس بیش از 6000 سال است که بر روی این کره خاکی زندگی کرده و البته علم چیز دیگری می‌گوید و عمر بشر را خیلی بیش از اینها می‌داند. اما از آنجایی که ما از کودکی آدم معتقد و مذهبی بوده و هستیم، قول همان کتب مقدس را قبول می‌کنیم و می‌گوییم گور پدر علم. اما در همین 6000 سال انسان‌هایی بوده اند که آثاری از خود به جای گذاشته که مورد استفاده نسل‌های بعد قرار گرفته و بدین شکل نام نیکی از خود به یادگار گذاشتند. البته انتخاب من سلیقه‌ای بوده، وگرنه موردهای متشابه که با هم مقایسه شوند بسیار است. و باید این را هم عرض کنم، در این زمینه اگر کسی بخواهد چیزی بنویسد و یا تحقیقی کند، نیازمند مطالعه بسیار زیادی است و شاید هزاران جلد کتاب را باید مورد مطالعه قرار داد. لذا بنده بر اساس بضاعت خویش مواردی را با هم در نظر گرفتم که به شرح ذیل می باشد. در ابتدا می خواهم 2 معلم، 2 آموزگار را، یکی در رژیم گذشته شاهنشاهی و یکی در نظام مقدس جمهوری اسلامی که تشابه زیادی با هم دارند را مورد مقایسه و قضاوت قرار دهیم. ابتدا آقای سیاوش پاکنیت، آموزگار کلاس 5 ابتدایی دبستان کوروش، خیابان دولت‌آباد شهر ری را معرفی می نمایم. آقای سیاوش پاکنیت از مرزنگوی آمل به شهر ری منتقل شده. علت انتقال را نمیدانم به میل خودش بوده یا تبعید شده بود. هیچگاه در این مورد حرفی نزد، اما ایشان در نزدیکی محل کارشان منزلی اجاره کرده بودند. درست در 4 کارخانه سیمان کنار قهوه‌خانه کریم شهیدی که قهوه‌چی آن جوانی بود از اهل لرستان و در طرف چپ منزلش کله‌پزی حسین کاشی بود و کنار آن هم نانوایی سنگکی شاطر کریم از قاتلین افشار طوس، داخل پرانتز رئیس شهربانی در زمان دکتر محمد مصدق. سیاوش هر روز صبح زود اولین آموزگاری بود که پای در دبستان کوروش می‌گذاشت. به خاطر نزدیکی راه پیاده تا دبستان 5 دقیقه بیشتر طول نمی‌کشید. اما نحوه تدریس آقای سیاوش در کلاس باعث ناراحتی و نگرانی مدیر دبستان آقای سیگارچی که مربی پیشاهنگی هم بودند شده بود. سیاوش سر کلاس یک موضوع را خارج از درس مطرح می‌کرد و بچه‌ها باید به آن جواب می‌دادند. بچه‌ها از این پاسخ‌ها نمره‌های بهتری می‌گرفتند تا روخانی کتاب فارسی. مثلا روی تخت سیاه می‌نوشت مفتخور و زورگو کیست؟ ابتدا خودش قدری درباره آنها صحبت می‌کرد. مثلا می‌گفت زورگو کسی است که شما را می‌ترساند و به زور از شما پول یا چیزی را می‌گیرد و برای این کار شما را با قدرت خودش یا نیروی اطرافیانش و یا به قدرت‌های غیبی بی اساس مثل جن و غول و چیزهای دیگه می‌ترساند. اما مفتخور خیلی ساده عمل می‌کند. براتون بگم بچه‌ها، شما غذایی تهیه کرده اید. او بدون اینکه در تهیه غذا زحمتی کشیده باشد
و کاری انجام داده باشد میآید و حتی بیشتر از شما از آن غذا سهم میگیرد. یا در مزرعه گندم کاشته اید، موسم برداشت مفتخور پیدایش می شود و مقداری از حاصل چندین ماه زحمت و کوشش شما را می گیرد. حال شما بگید چند مفتخور و زورگو را می شناسید. از بچه ها می خواهد تا نظرشان را بگویند و هر کس که بهترین جواب را می داد نمره 20 را از آن خود می کرد. در این میان یکی می گفت آقا پدر من خیلی زورگوست. سیاوش می پرسید چرا؟ و بچه جواب می دهد برای اینکه ما را می زند، مادرمان را هم می زند، مرتب با ما دعوا می کند. سیاوش می پرسد پدر چی کاره است و شما چند نفرید؟ پسرک جواب می دهد آقا ما با پدر و مادرم 5 نفر هستیم. پدرم در معدن کار می کند، کوه را می ترکاند و سنگهایش را بار ماشین می کند. سیاوش می دانی چقدر دستمزد می گیرد؟ پسر نه آقا به ما نگفته. سیاوش من بهت میگم پدرت حتما از صبح زود می رود سر کار و وقتی که هوا تاریک می شود به خانه برمی گردد. کارش بسیار سخت و دشوار است اما مزدی که بابت آن می گیرد نمی تواند با آن حتی شکم شما را سیر کند و هر چند ماه یک بار هم حتما از خانه ای به خانه دیگری می روید. پسر بله آقا بله. سیاوش خب پس پدر تو زورگو و ستمکار نیست. چه بسا از بدو تولد تا کنون مورد جور و ستم واقع شده. پدر تو اتفاقاً جزو مظلومترین انسان هاست. تو بگو احمد چه کسانی را میشناسی که زورگو و ستمکارند؟ احمد آقا تو محله ما یک پسری هست که هیچ وقت با خودش هیچی نمیاره که بخوره. حتی پولی نمیاره چیزی بخره. اما با قلدری چیزی که ما آوردیم بخوریم را از ما به زور میگیرد و میخورد. سیاوش آیا شما حتی یک بار هم شده موقعی که میخواستید خوراکی خود را بخورید به او که چیزی برای خوردن نداشته تعارف کنید که همبازی و بچه محل شماست از جای دیگری که نیامده؟ احمد نه خیر آقا آخه خودمون هم سیر نمیشیم. سیاوش خب دیگه اون حتی از چیزی که شما دارید محروم است. او فقیرتر و گرسنه‌تر از شماست. اون چون شما مورد ستم و زورگویی بیش از حدی قرار دارد. خب باز هم کسی هست بخواهد جواب این سوال را بدهد؟ یکی از بچه‌ها دستش را بلند می‌کند و سیاوش می‌گوید بگو به من چی می‌خوای بگی؟ بهمن آقا پدر من کارگر کارخانه چیتسازی ری است. نمیدانم شما اتوبوس‌های این کارخانه را دیده اید وقتی که کارگران را از کارخانه خارج و یا به کارخانه میبرد؟ سیاوش بله دیدم. بهمن شاید در هر نوبت کاری نزدیک 500 کارگر را جابجا می‌کند. پدر من استاکار است و روزی 8 تومان حقوق می‌گیرد که البته به دلایل مختلف جریمه هم می‌شود. یعنی سر ماه اگر قرار باشد 240 تومان پول بگیرد هرگز این مبلغ را نمی‌گیرد. خدا نکند مریض شود. سیاوش مگر پدرت بیمه نیست؟ بهمن چرا آقا اتفاقاً پدرم بیمه است اما اگر بیماریش طولانی شود بیمه فقط 70% مزد پدرم را پرداخت می‌کند. حدود 150 تومان زیرا 3 روز اول را هم بیمه نمی‌پردازد و اگر خدایی ناکرده در ماه 2 بار سرما بخورد و نتواند سر کار برود یعنی 6 روز بدون حقوق. من میگم صاحب چنین کارخانه‌ای که 500 نفر امثال پدر من برایش کار می‌کنند اگر فقط روزی 2 تومان بابت دستمزد به کارگران کمتر بدهد روزی 1000 تومان به جیب زده است که در ماه می‌شود 30,000 تومان و در سال 360,000 تومان. من کاری ندارم به چیزی که تولید می‌کنند و به قیمتی که می‌فروشند چون نه از تولیدش خبر دارم و نه از فروش و سودش. اما پدر من در سال اگر هر 12 ماه را کامل مزد بگیرد می شود 2680 تومان. این یک نوع ستم بر کارگران است. اگر با 240 تومان در ماه می شود زندگی کرد چرا کسانی هستند که فقط عایدی آنها از کمتر پرداخت کردن حق و حقوق کارگران 30,000 تومان می شود؟ من فکر می کنم این آقای اخوان صاحب کارخانه چیت ری و امثال او از بیرحم‌ترین ستمکارانند. سیاوش یک دست مرتب برای بهمن بزنید. بچه‌ها
با شادی برای بهمن دست میزنند. بهمن جان، درآمد اخوانها از نتیجه کار پدر تو و امثال پدرت خیلی بیش از این هاست. خب، ما از پاسخی که تو به این سوال دادی به چندین نتیجه میرسیم. 1. تمام مالندوزان و ثروتمندانی نظیر آقای اخوان ستم پیشه و زورگو هستند. باید از آنها پرسید این ثروت را شما از کجا آوردید تا چنین کارخانه ای را تأسیس کنید و کارگران بیشماری را استثمار کنید؟ تنها یک جواب منطقی دارند، آن هم این است که بهشان ارث رسیده. خب، آن کس که این ارث را برای شما به جای گذاشت از کجا آورده بود؟ عاقبت به یک نتیجه می رسیم: غارت و چپاول دیگران. این در مورد آنهایی است که میگویند ارث به آنها رسیده، وگرنه با چه کار و کوششی می تواند یک نفر کارخانه ای را تأسیس کند که 500 نفر برایش کار کنند؟ به جز دزدی و غارت راه دیگری ندارد. البته بچه ها اشتباه نکنید، در جوامع سرمایه‌داری یک راه دیگری هم هست و آن این است که کسی اختراع و اکتشافی کرده باشد که در اثر این تیزهوشی و دانشی که داشته به ثروت زیادی میتواند دست پیدا کند. بگذاریم، یک قشر از زورگویان و ستمکاران را شناختیم، اما 2 دسته دیگر باقی میمانند که من روی تخت سیاه می نویسم. 1. شاهان و حاکمان. 2. ادیان و آخوندها. محمد: آقا اجازه، یعنی همه دینها؟ اسلام هم زورگوست؟ سیاوش: بله، تمامی ادیان حاصل مغزهای علیل و جنایتکاری بوده که می‌خواستند از انسانها بهره کشی کنند. بچه ها دقت کنید، خوب گوش کنید. این حرفا را هر کسی با شما در میان نمیگذارد. پس سعی کنید به خاطر بسپارید و فراموش نکنید. مردم چون ناآگاه بودند و قوانین طبیعت را نمیتوانستند بشناسند، برای تمامی گرفتاری‌های خودشان به دنبال یک منشأ و دلیلی بودند. اگر سیل جاری میشد یا زلزله باعث ویرانی خانه‌هایشان میشد و یا برف بیش از حدی میبارید و دریا طوفانی میشد، نمیتوانستند علت را بیابند. پس فکر میکردند نیروهایی در این وقایع دست دارند که قدرتشان از آنها خیلی بیشتر است و با آنها سر ناسازگاری دارند. به آسمان نگاه کردند و خدایان متعددی را جستجو کردند. در این میان آن کس که شارلاتان‌تر از همه بود از این در وارد میدان شد که خدایی را یافته و با معرفی خدای مثلا زلزله کاسبی پر رونقی را برای خودش شروع می کند. مجسمه هایی می سازد و می گوید این خدای زلزله است. اگر او را بپرستید و نذوراتی به او بدهید، در دهکده و شهر و سرزمین شما زلزله نخواهد آمد. بدین شکل خدایان جنگ و آب و خشکی و غیره ساخته شدند. آنچنان کار این خدایان بالا گرفت که حتی انسانها فرزندان خود را برای آنها قربانی می کردند. هرچقدر مردم نادانتر، نذورات و قربانیان بیشتر و بیشتر می شد و بر قدرت خادمان خدایان روز به روز افزوده می شد. جالب اینجاست که همیشه خادمان خدایان با پادشاهان دوستی و اتحاد ناگسستنی داشتند، چون خادمان از طرف خدایان شاهان را حمایت می کردند و شاهان با قدرت نظامی و ارتشی که داشتند خدایان و خادمانشان را تحت حمایت و حفاظت خود داشتند. اما یک اشکالی در وجود این خدایان بود. نه اینکه فکر کنید چون کاری از دستشان بر نمی آمد مشکل ساز شده بودند. نه، اشکال در این بود که هر قوم و کشوری خدایان مخصوص خود را داشتند. اگر جنگی بین 2 کشور در می گرفت، کشوری که مغلوب می شد تقریباً اعتبار خدایانش را برای مردم از دست می داد و در نتیجه قومی بی خدا می شدند. حال شاید به همین دلیل و کمبودی که احساس می شد رندانی پیدا شدند که می خواستند از این کمبود استفاده کرده و بر مردم بیشتری در این کره خاکی ریاست کنند و کاری کنند همه پیرو یک خدا و از یک خدا اطاعت نمایند. لذا مسئله توحید را به وجود آوردند و گفتند خدا فقط یکیست و برای اینکه همه مردم آن را باور کنند دیگر بتی نساختند و گفتند خدا دیدنی نیست و در آسمان هاست.
البته از قبل هم بشر نیم نگاهی به آسمان داشته و ستاره پرست و خورشید پرست هم بوده. پس کسانی که چنین ادعایی را می کنند از سابقه ذهنی انسانها با اطلاع بودند. در طول دوران بتپرستی و خدایان متعدد هیچ جنگ مذهبی شکل نگرفت. یعنی هیچ خدایی سعی نکرد امت خودش را با نابودی خدای سرزمین دیگری زیاد کند. اما همین که ادیان توحیدی اعلام موجودیت کردند، جنگ‌های مذهبی هم بر جنگ‌های غارت و چپاول و کشورگشایی اضافه شد. البته هدف اصلی این جنگ‌ها هم همان غارت و چپاول تحت لوای دین بود. به این بهانه پیروان خدای واحد سعی می‌کردند دیگران را هم با زور شمشیر یکتاپرست کنند و بت‌های بتپرستان را نابود کنند. حال نابودی بت‌ها بهترین انگیزه شد برای غارت و چپاول دیگران. داستان همانطور که می‌دانید با آمدن یک دین توحیدی خاتمه نمی‌یابد. این آغاز راه است و طبل‌های جنگ تازه به صدا درآمده‌اند. اگر تورات را بخوانید سر تا سرش از این نوع جنگ‌های مذهبی است که پیامبران بنی اسرائیل به راه انداختند. جالب اینجاست که معجزه یوشع پیغمبر کشتار تمامی موجودات زنده تا غروب آفتاب است. با خدا عهد بسته تا آفتاب غروب نکرده تمامی موجودات زنده شهری را که فتح کرده بکشد. اما چون آفتاب در حال غروب است و کار یوشع تمام نشده، خورشید را در آسمان نگه می‌دارد تا وقتی که تمامی موجودات زنده را می‌کشد. آن وقت به خورشید اجازه می‌دهد غروب کند تا بر عهدش با خدا عمل کرده باشد. حالا جنگ یهودی را داریم با مسیحی. سالیان سال این جنگ‌ها ادامه داشت تا دین جدیدی به نام اسلام ظهور کرد. حالا جنگ بین کفار و بتپرستان با اسلام و جنگ اسلام با یهودیان و جنگ اسلام با مسیحیان شروع شده. تمامی این جنگ‌ها برخلاف ادعای رهبرانشان باور کنید به خاطر رضای خدا نبوده. اگر گفتید چرا؟ احمد: آقا اجازه، برای اینکه خدا مهربان است و از کشت و کشتار خوشش نمی‌آید. سیاوش: نه عزیزم، اتفاقاً این خدا یعنی الله بسیار جبار و آدمکش است. وقتی بزرگتر شدی و قرآن را با معنی خواندی خواهی دید که او قاسم الجبارین و مکارترین مکارهاست. مرتب در قرآنش فرمان قتل و غارت را داده. جواب این است اصلاً خدایی در کار نیست که بخواهند برای رضایت او بجنگند. فقط به خاطر جیبهای خودشان علم جنگ را برافراشتند، نه چیز دیگری. آنها برای این می جنگند که مردم را در جهل و نادانی نگه دارند تا بهتر بتوانند آنها را غارت کنند. کریم: آقا اجازه، آخوندها که به ما کمک می کنند. هیچ کس ندیده آخوندی مال مردم را بدزدد و ببرد. سیاوش: آخوند چه کمکی به ما می کند؟ اصلاً کسی که چنین لباسی به تن می کند قصدش کمک به دیگران نیست. او این لباس را پوشیده برای کمک به الله و جیب خودش. پسر جان، آخوند اگر دستش برسد به طور علنی هم دزدی می کند. اما بیشتر به شکلی پول و ثروت تو را می دزدد که متوجه نمی شوی. وقتی پدرت بیکار می شود، مادرت نذر می کند فلان مبلغ را به فلان آخوند یا امامزاده بدهد تا پدرت کاری پیدا کند. وقتی بدهکار می شود، باز مادرت با خودش نذر امام موسی کاظم می کند تا بدهی پدرت پرداخت شود. یکی از نزدیکان وقتی مریض می شود، نذر امام زین العابدین بیمار می کنند تا مریض شفا یابد. ماشین می خرد، ماشین را بیمه حضرت عباس می کند و برای اینکه چرخش هم خوب بچرخد خونی می ریزد، گوسفند و خروسی را می کشد و اگر به آخوند بدهد چه بهتر. کار کردی و پولی پس انداز کردی، باید به 5 قسمت بکنی و 1 قسمتش را بدهی به آخوند. کشت کردی، دامپروری راه انداختی، باید محصول کشاورزیت را به 10 قسمت بکنی و 1 قسمت آن را بدهی به آخوند. و از 4 پایانت بز، گاو و گوسفند و الاغ و شتر هر 10 تا را یکی بدهی به آخوند. همه اینها را هم با میل و رغبت میدی. چرا؟ چون چنان ترساندنت که به خاطر وحشت از الله و به طمع بهشت و فرار از جهنم 2 دستی خودت می روی و با التماس تقدیم آخوند می کنی.
می‌خواهی ازدواج کنی، باید پول کلانی بدهی به آخوند تا تو را با زنت حلال کند. کار کردی و پولدار شدی و بر اساس باوری که توی کله‌ات کرده اند، حج بر تو واجب می شود و باید بروی مکه. اما ابتدا باید پول کلانی به ملا بدهی تا مالت را حلال کند. شاید ثروتی که به دست آوردی احتمالاً یک مقدارش نامشروع بوده، مال کسی را دزدیده بودی یا سهم یتیمی را بالا کشیده بودی و یا اصلاً خمس مالت را پرداخت نکرده بودی. حالا باید بخشی از آن را به عنوان رفع مظالم به آقا بدهی بخورد تا به اصطلاح مال حرام و کثیف حلال و پاک شود و جواز رفتن حج را بگیری. اگر بعضی روزها نماز نخواندی یا روزه نگرفتی، بابت آنها هم پول زیادی باید بدهی تا حسابت با خدا پاک شود. فوت می‌کنی و از این دنیا می‌روی و می‌خواهند تو را در قبر بگذارند. باید ملایی بیاید و پولی بگیرد تا تو را درون قبر بگذارند. حالا این آخوند که یک عمر برای ما شکل مار کشیده و گفته مار این است، نمیم الف رو بدین شکل سعی می کند ما را در جهل و بیسوادی و نادانی نگه دارد تا بهتر بتواند از ما بهره بگیرد، مفتخور و زورگو نیست؟ فکر نکنید که فقط آخوند اسلامی دست به چنین کارهایی می زند. نه، خاخام یهودی و یا کشیش مسیحی هم همین است. این تازه زمانی است که آخوند در حاشیه قرار گرفته و در کنار صاحبان قدرت نظامی است. اگر خود صاحب قدرت شود، دستانش تا سرشانه‌هایش به خون و جنایت آغشته می شود. چنانچه کشیش‌های مسیحی وقتی در اروپا قدرت را به دست گرفتند، خود را به خوبی نشان دادند. در اسلام هم وقتی خود پیغمبر قدرت را به دست گرفتند، کاری کردند کارستان، به دستور الله آدم کشتند، غارت کردند، بردهداری کردند، زنها و بچه ها را به اسارت گرفتند و آنقدر وحشی و بیرحم بودند که در سنین 58 سالگی دختر بچه 9 ساله را به همخوابگی درآوردند. تاریخشان پر از جنایت است. کسی سوالی نداره؟ کاوه: آقا اجازه، آجودانها هم از زورگویان هستند؟ سیاوش: پاسبانها؟ چه دلیلی برای زورگویی آنها داری؟ کاوه: آقا اجازه، یک آجودان تو محل ما هست به اسم محمود آجان. همیشه چراغ‌ها و وسایل خراب خانه اش را میاره پیش بابای ما. وقتی پدرم وسایلش را تعمیر میکند، محمود آجان یک قران هم مزد به پدرم نمیدهد. سیاوش: البته این پاسبانها همان جزو دار و دسته زورگویان هستند. در واقع سربازهای آنها هستند، اما باید یک قدری بیشتر فکر کنیم. بدبختی اینجاست که آنها هم جزء طبقه محروم جامعه هستند، اما متاسفانه در خدمت زورگویان قرار دارند. و اما گروه یک که این پاسبان هم جزء ناقابلی از آن گروه هست، پادشاهان و حاکمان هستند. این پادشاهان در ابتدا عده‌ای قلدر و شمشیرزن را به دور خود جمع می کنند و پس از کسب قدرت‌های محلی به شهرها و سرزمین‌های دیگر می اندیشند. آنها با غارت و چپاول چند شهر ناگهان قدرت منطقه‌ای می شدند و لقب شاه و امپراتور را یدک می کشیدند. اینها هم موجودات عجیبی بودند. طمع و حرص آنها پایانی نداشت. آنچه را به دست می آوردند سیری نداشت. بیشتر و بیشتر می خواستند. خلاصه تا آنجا که توان داشتند بر متصرفات و فتوحات خود می افزودند و بدین شکل امپراتوری ها به وجود می آمد. اما برای حفظ سرزمین هایی که فاتح آن شده بودند و برای خاموش نگه داشتن مردم و جلوگیری از انقلابات و شورش هایی که در اثر نارضایتی های مردم به وجود می آمد، به یک کمک مؤثر و نیروی بازدارنده احتیاج بود و تنها نیرویی که می توانست از خشم مردم و در نتیجه عمل انقلابی آنها جلوگیری نماید مذهب و خدایان بود که آورندگان این مذاهب و جانشینان آنها همواره در خدمت شاهان بودند و هستند، مگر اینکه حکومت و قدرت نظامی را هم از آن خود کرده باشند. پس می‌بینید شاهان و قدرت نظامی آنها از ستمکاران و زورگویان هستند. اما چرا سرنوشت انسان چنین شد و عده‌ای توانستند بر اکثریت مردم مسلط شوند؟ این مشکل از مالکیت خصوصی شکل گرفت. بشر از زمانی که مالکیت خصوصی را شناخت و توانست ادعا کند این ابزار کار مال من است، این زمین از آن من است، گو این که پیشرفت‌های بسیاری را باعث شد، اما حرص و طمع او هیچگاه پایانی نگرفته و هنوز که هنوز است به اندوختن مال و سنگین کردن جیب خود مشغول است.
بچه ها، در تمدن‌های اولیه بشر مالکیت عمومی بود و همه چی را به اشتراک تهیه می‌کرد و به اشتراک مصرف می‌شد. اما بعد از کمان‌های اولیه مالکیت خصوصی باعث شد یک نفر هکتارها زمین را از چنگ دیگران درآورد و مردم را وادار کند که برای او کار کنند. و وقتی مزه زمیندار شدن زیر دندانهای طمع مالک مزه کرد، باعث شد زمینهای خود را توسعه دهد و ابزار کار را از آن خود کرد. کار به جایی رسید که امروز بهمن به ما میگوید بیش از 500 نفر برای یک نفر به نام آقای اخوان کار میکنند و اگر اینها اظهار نارضایتی بکنند، مثلا بگویند شرایط محیط کار ما سالم و بهداشتی نیست، فوراً سرکوب میشوند. بچه ها دقت کنید، اکثر کارگرانی که در سالن‌های ریسندگی و بافندگی این کارخانه ها کار می کنند، به علت ورود الیاف پنبه به ریه هایشان دچار بیماری سل یا سرطان ریه می شوند. خب طبیعی است که باید از کارفرما و مالک کارخانه بخواهند با جان آنها بازی نکنند و شرایط بهتری به وجود بیاورد. اما پاسخ چه می شود؟ گارد سرکوب و ژاندارمری با چماق و باتون وارد عمل می شوند تا جواب آنها را بدهند. این است نظام سرمایه داری. هر وقت و هر جا کارگرانی اعتراض یا اعتصاب کرده اند، سرکوب و دستگیر و زندانی شده اند. این نمونه ای از کلاس های آقای سیاوش پاکنیت بود. ایشان به همین قناعت نمی کرد. کتاب های صمد بهرنگی را تا از زیر چاپ در می آمد به تعداد بچه های کلاس تهیه می کرد و بین آنهایی که چه پول داشتند کتاب را بخرند و چه پول نداشتند تقسیم می کرد. و از بچه ها می خواست بعد از خواندن کتاب ها را به دوستانشان هم عاریه بدهند تا آنها هم بخوانند. بعد هم از بچه ها می خواست تا سر کلاس نظرشان را درباره کتاب برای دوستانشان شرح دهند. آقای سیاوش پاکنیت هیچگاه از بچه ها نمی خواست شعرهای کتاب فارسی را حفظ کنند. شعرهایی را برای بچه ها می خواند و از آنها می خواست یادداشت بردارند. و در صورتی که مایل بودند حفظ کرده برای بچه ها سر کلاس بخوانند که بعضی وقتها این نوع شعرخوانی حالت دکلمه به خود می گرفت. مثلا شعر آی آدمهای نیما و شعر زمستان اخوان ثالث یا شعر عشقی پدر ملت ایران اگر این بی پدر است، یا این ملک یک انقلاب می خواهد و بس، و یا شعر وحدت و تشکیلات ابوالقاسم لاهوتی را که بدین مضمون شروع می شود: سر و ریشی نتراشیده و رخساری زرد تا الی آخر. و این شعر لاهوتی را خودش بارها دکلمه می کرد. گر چرخ به کام نگردد، کاری بکنیم تا نگردد. گوییم به او مطیع ما گردد، یا می گردد یا نگردد. هرگز قد مردمان آزاد با هیچ فشاری تا نگردد. در پنجه اقتدار مردان نبود گرهی که وا نگردد. بعد از خودش کاوه پسر غلام حلبی ساز در کار دکلمه مهارتی پیدا کرده بود که همیشه بعد از شعرخوانیش با کف زدن بچه ها مورد تشویق قرار می گرفت. سیاوش با پدر کاوه یعنی غلام حلبی ساز از 1 سال پیش دوستی نزدیکی برقرار کرده بود. غلام در ضلع شرقی خط آهنی که به کارخانه گلسرین و درب انبار زغال کارخانه سیمان کشیده شده بود، درون گودال مغازه‌ای داشت. در کنار دکان سمساری صمد آقا او درون مغازه روی یک دوشک پاره‌پوره اتومبیلی می‌نشست و همانجا هر نوع کاری را انجام می‌داد. کوره هویه‌اش همیشه روشن بود و هویه‌اش برای لحیمکاری همیشه سرخ بود. و البته اگر به آن محل آشنایی داشته باشید می‌دانید مغازه با منزل سیاوش زیاد فاصله ای ندارد. اما آشنایی و دوستی سیاوش با غلام از یک شب سرد پاییز آذر ماه سال پیش شروع شد. غلام چراغ زنبوریش را تازه روشن کرده بود. روی تشک مشغول لحیمکاری یک بشکه حلبی بود که ناگهان فردی پریشان حال وارد مغازه می شود و بدون هیچ گونه مقدمه‌ای می گوید مأمورین ساواک در تعقیب من هستند. جایی هست من پنهان شوم؟ و غلام بدون هیچ حرف و سؤالی
از جایش بلند می شود و یک نیم بشکه‌ای که روی بشکه‌ای بود را بر می دارد و می گوید می توانی این تو جا بشی؟ مرد که هیکل زیاد درشتی نداشت با تکان دادن سر تأیید می کند که می تواند. غلام کمک می کند و مرد داخل بشکه می شود و سپس نیم بشکه را روی آن گذاشته مقداری حلبی و آتشغال داخل آن می ریزد و به جای خود روی تشک رفته مشغول کار می شود. پس از چند دقیقه مرد دیگری که بسیار ورزیده و قبراق بود وارد مغازه می شود و می پرسد آهای یارو، این طرفا غریبه ای ندیدی؟ غلام همونطور که مشغول کار بود جواب می دهد غریبه آشناش هم ندیدم، چه برسد به غریبه. امروز مثل هر روز بد و بیبرکتی بود. دریغ از 1 تومان دشت. برو بابا، برو پی کارت. مرد که از قبل هم عصبانی بود با خشم و توهین میگوید به جهنم که دشت نکردی، مردی که یه دیوس، این چه نوع حرف زدن است؟ ناگهان غلام مانند صاعقه‌ای از جایش خیز برمی‌دارد و در حالی که هویه سرخ شده اش را به دست دارد یقه مرد را گرفته به دیوار می‌کوبد و هویه را جلوی چشمانش قرار داده و فریاد می‌زند دیوس هم خودتی جاکش، میخوای چشاتو در بیارم؟ مادر قهوه، پدر سگ، فکر میکنی من چی دارم که ازش بترسم؟ اگر تو را بکشم لااقل میافتم زندون و غذای مفتی میخورم. عوضی چشتو درارم؟ مرد با لکنت زبان جواب میدهد چرا ناراحت شدی بابا؟ من که چیزی نگفتم. کوتاه بیا مرد. غلام یقه‌اش را ول میکند و انگار نه انگار که اتفاقی افتاده با خونسردی به سر جای خود می رود و مشغول کار می شود. مرد که توانسته بود بر خودش مسلط شود سرفه ای می کند و می گوید می دانی من کی هستم؟ می تونم از هستی ساقطت کنم مردی که. غلام همانطور که مشغول کار بود جواب می دهد هر کی می خوای باش عمو، من اتفاقا خوشحال می شم اگر کاری بکنی من یک چند وقتی برم زندان و نون و آب مجانی بخورم. مرد با خشونت میگوید همه اش که نان و آب نیست، پدرتو در میارن. زندان کابل، زنجیر و شیشه نوشابه هم داره. غلام آقا جان ببخشید، من تسلیم شما هستم. چرا بی خودی وقت خودتان را میگیرید و با من 1 به 2 میکنید؟ هرچی شما بفرمایید من راضیم. زندان، قتلگاه، هر کجا شما بفرمایید. ولی من فکر میکنم به جای وقت تلف کردن با من بروید دنبال کسی که میخواهید دستگیرش کنید. یارو حسابی از دستتون در میره ها. مرد میگوید به یک شرط راحتت میذارم که بگی غلط کردم و گوه خوردم. غلام بلافاصله جواب میدهد باشه آقا، غلط کردم، گوه شما رو خوردم. شما به بزرگی خودتون ببخشید. اصلا اتفاقی نیفتاده. یک جر بحث دوستانه بود. مرد مغموم و ناراضی از مغازه بیرون می رود و آخر شب غلام مرد فراری را که اتفاقاً قصد داشت به منزل سیاوش برود به خانه سیاوش می برد و از آن تاریخ دوستی آنها شکل می گیرد و غلام می شود مرید و خادم و محرم اسرار سیاوش. تا اینکه دقیقاً 10 روز پیش غلام باز مشغول کار بود که صمد آقا همسایه‌اش صاحب مغازه سمساری آمد جلوی مغازه و گفت غلام چی کار میکنی؟ ول کن بابا، پاشو بیا ببین چه خبر جلوی قهوه خانه حاجی، شده میدان جنگ. غلام نگاهی به صمد کرد و انگار نمیخواست چیزی را باور کند. بدون اینکه درب مغازه را ببندد به اتفاق صمد از شاله بیرون آمد که دید 4 راه سیمان شده صحرای محشر. مثل اینکه میخواهند از صحنه ای فیلم برداری کنند. یک لوکیشن بی عیب و نقص آماده شده بود. AvageBook.com به مردم اجازه نمیدادند از پشت مغازه شیرینی فروشی سر خیابان دولت‌آباد جلوتر بیایند. از مغرب و جنوب هم خیابان را بسته بودند و یک کامیون کمپرسی با بار سنگ را با فاصله 20 متر از قهوه‌خانه و منزل سیاوش نگه داشته بودند و پشت آن چند مأمور کمین کرده بودند. 2 مأمور هم در پشت دکه چوبی سفید علی یخی در کمین بودند. 2 نفر هم در خیاطخانه آلوش در طبقه 2 روی شیرینی فروشی که پنجره‌هایش رو به قهوه‌خانه و منزل سیاوش بود با تفنگ‌هایشان آماده شلیک بودند. تعدادی پاسبان و لباس شخصی هم خیابان را غرق کرده بودند. وقتی غلام
به ردیف کسانی که جلو ایستاده بودند و صحنه را تماشا می‌کردند رسید، خواست از ردیف جلو بگذرد و به طرف خانه سیاوش برود که پاسبانی او را به عقب هل می‌دهد و غلام چند قدمی به عقب سکندری خورده بلافاصله خودش را جمع و جور می‌کند و به طرف پاسبان دویده و با 2 دست او را چنان هل می‌دهد که نقش زمین می‌شود و به طرف منزل سیاوش می‌دود که مأمورین پس از چند بار ایست وقتی داشت درب منزل سیاوش را با مشت می‌کوبید با چند گلوله از پا در می‌آید و با شلیک این گلوله‌ها مأمورین حالت حمله به خود گرفته گویا منتظر حرکتی بودند که ناگهان از روی پشت بام قهوه‌خانه چند تیری به طرف مأمورین شلیک می‌شود و 2 مأمور کمین کرده در خیاطخانه کشته می‌شوند و یک پاسبان هم در خیابان تیر می‌خورد که مأمورین به طور وحشتناک و دیوانه‌وار شروع به تیراندازی می‌کنند و پس از 5 دقیقه که دیگر از طرف ساختمان شلیکی نشد با احتیاط به طرف منزل سیاوش رفتند. این نبرد نابرابر در عرض همان 5 دقیقه به پایان رسید و در خاتمه سیاوش و یکی از یارانش و غلام حلبی ساز جانشان را در این جبهه غیر عادلانه نابرابر به گلوله‌های مأمورین ساواک تقدیم کردند که البته 2 پاسبان و 3 مأمور ساواک هم در این درگیری زخمی و کشته شدند. سیاوش، یاسمد بهرنگی و کرامت دانشیان و دیگران نمونه‌هایی بودند از آموزگاران با شرف و مبارز رژیم گذشته که برای تعلیم و تربیت نسل آینده حتی دست به اسلحه برده و جان خود را فدا می کردند. اما گو این که در هر دوره‌ای چون حال همیشه آموزگاران با شرف و متعهد بسیار زیاد داشتیم، ولی بودند عده‌ای انگشت شمار که قبل از هر چیز به پول می اندیشیدند و به خاطر کسب درآمد مقام شغل شریف آموزگاری را زیر سوال می بردند. باور کنید در رژیم شاهنشاهی گذشته هرگز دیده نشد معلمی سر کلاس درباره شعار خدا، شاه، میهن حرفی بزند و یا بخواهد با تبلیغ از خاندان جلیل سلطنت ذهن پاک بچه‌ها را مشوش کند. و اگر آموزگاری به خرافات دامن میزد از سر اعتقاد و بی اطلاعی خودش بود که در این باره با بچه‌ها سخن میگفت. اما متاسفانه با اینکه در رژیم آخوندی آموزگاران متعهد و آزاداندیش بسیار داریم که تعدادی از آنها به خاطر آزاداندیشی مشقات زیادی را متحمل شده و چه بسا هنوز به امید آزادی سلولهای تاریک و شکنجه‌های زندان را تحمل می‌کنند. اما متاسفانه هستند آموزگارانی که دانسته آب به آسیاب رژیم آخوندی می‌ریزند و افکار بچه‌های معصوم را مسموم می‌کنند. بسیار زیادند این جور افراد و هیچ کدامشان از روی نادانی در خدمت رژیم نیستند. همگی دانسته و آگاهانه مغز فرزندان ما را با خرافات و دروغ‌های عجیب و غریب و باورهای مذهبی که در دوره خودش هم کاربردی نداشته به انحراف می‌کشانند. نمونه‌اش معلم دینی کلاس 7 دبیرستان پسرم در سال 1366 در محله گیشان. ایشان گویا وظیفه اصلی خودشان که معلمی بود را فراموش کرده حرفه منحوس مداحی و شغل کثیف بازجویی را انتخاب کرده بودند. تعجب نکنید ما امروزه بازجوی خبرنگار داریم مانند آمن سادات ذبیحپور و علی رضوانی. قاضی بازجو داریم که کتف بازجوها را از پشت بسته. قاضی هایی داریم که به جای قضاوت و تشخیص مجرم و بیگناه خود از 100 تا بازجو و دادستان حرفه‌ای تر عمل می کند. مأموران انتظامی و اطلاعاتی داریم که خودشان دستگیر می کنند و خودشان حکم صادر می کنند
و خودشان هم اجرای حکم می کنند که تعداد زیادی از هموطنان زیر دست آنها هنگام ضرب و شتم جان باختند. پس جای تعجب نیست که آموزگار بازجو هم داشته باشیم. این آموزگار دینی سر کلاس سعی می کرد افکار بچه ها را در جهتی که می خواهد هدایت کند. او سر کلاس از علی می گوید که امام اول است و بعد از پیغمبر باید ایشان خلیفه می شدند و همان داستانهایی که می دانید. پسر من می پرسد آقا پس چرا مردم آن زمان که وجود مبارک علی را دیده و محسنات ایشان را می شناختند ابوبکر را انتخاب کردند؟ جواب می دهد مردم اصلا حق انتخاب نداشتند. امام که انتخابی نیست، امام انتصابی است و خداوند امام را برمیگزیند. باز سوال می کند خب مردم از کجا تشخیص بدهند که ایشان امام هستند؟ و جواب می شنود که امام نشانه هایی دارد. 1. وقتی امام متولد می شود خدا را سجده می کند. 2. ختنه شده به دنیا می آیند. 3. از پهلوی مادر زاده می شوند نه از راه حیض. 4. وقتی به دنیا می آیند زره پیغمبر به اندازه ایشان است. شما توقع دارید با شنیدن این حرفها دود از سر بچه ها بلند نشود؟ شاید اکثر بچه ها این حرفها را قبول کنند، اما پسر من و چند نفر سوالهایی را مطرح می کنند که باعث گرفتاری من و پدران آنها می شود و عاقبت هم هر سه را از آن مدرسه اخراج کردند و ما مجبور شدیم برای ادامه تحصیل نادر را به آلمان نزد داییش بفرستیم. و اما سوالهایی که باعث اخراج بچه ها از دبیرستان نزدیک منزلشان شده بود. یکی از بچه ها سوال می کند اگر امام را خدا انتخاب می کند، امام علی زمانی به دنیا آمده بودند که هنوز حضرت محمد به پیغمبری مبعوث نشده بودند. پس چطور می تواند هنگام تولد سجده کند و ختنه به دنیا بیاید و زره پیغمبر هم به اندازه ایشان باشد؟ که آقای دیانت پیشه از کوره در می رود و فریاد می زند احمق، پیغمبر وقتی به دنیا می آید علی در گوشش قرآن می خواند. این مزخرفات چیه که میگی؟ یکی از بچه ها دستش را بلند کرده می گوید آقا اجازه، علی که از پیغمبر کوچکتر است. زمانی که پیغمبر متولد شده اصلا علی وجود نداشته. حضرت رسول علی را به فرزندی قبول کرده. چطور هنگامی که پیغمبر به دنیا آمده علی در گوشش قرآن خوانده؟ دیانت پیشه با عصبانیت فریاد میزند اولاغ جان، علی از زمان آدم بوده، توی احمق نمیتوانی بفهمی؟ یکی دیگه از بچه ها دستش را بلند میکند و میگوید آقا اجازه، اگر امام از راه حیض به دنیا نمی آید و از پهلوی مادر زاده می شود، چگونه مادرش باردار می شود؟ پس درست نیست امام از راه حیض هم به وجود بیاید. دیانت پیشه که بسیار کلافه شده می پرسد تو می دانی بچه چگونه به وجود می آید؟ دانش آموز: اجازه آقا، بله می دانم. مرد و زن با هم می خوابند و از نزدیکی آنها و از راه حیض مادر باردار می شود. برای همین من نمی توانم قبول کنم امامی که چنین مقدس و پاکیزه است از این طریق نطفه‌اش بسته شود. بهترین راه این است که جبرئیل به فرمان خداوند برود آنجای مادر امام را فوت کند و امام مانند حضرت مسیح از پهلوی مادرش به دنیا بیاید. دیانت پیشه که از فرط عصبانیت اگر کارد به قلبش میزدی خونش در نمی آمد، سعی کرد خودش را آرام کرده. با خونسردی جواب داد شاید همینطور است که تو میگویی، ما چه میدانیم؟ الله اعلم، خدا میداند و بس. باز پسر که دیانت پیشه را حسابی آچمز کرده بود بدون اجازه گفت ولی آقا اگر اینطور باشد امام فرزند خدا می شود و دیگر نمی شود گفت مثلا حسین ابن علی، باید گفت حسین ابن الله. دیانت پیشه بالا سر ناصر می رود و سیلی محکمی به صورتش زده فریاد می زند خفه. حالا برای ختم کلام
نادر روشنزاده که این آتش را روشن کرد برای اینکه بهتر حضرت علی را بشناسد و به خوبی ایشان را به شما معرفی نماید، هفته آینده یک مقاله یا بهتر بگویم یک انشا در مورد حضرت علی می نویسد و برای ما می خواند و برای اینکه بتواند انشاء خوبی بنویسد مجبور است در عرض این یک هفته یک مقداری کتاب بخواند تا مقاله علمی تری ارائه دهد. نادر هفته بعد انشا را می نویسد و سر کلاس می خواند و ای کاش هرگز این کار را نکرده بود، چون همین انشا باعث دربدری پسرم به خارج کشور شد. و اما انشای نادر: با درود به همه دوستان و همکلاسیان عزیز، قبل از هر چیز از این که وقت شما و کلاس را میگیرم معذرت میخواهم، چون بر حسب وظیفه‌ای که آقای دیانت پیشه به بنده محول کردند من مجبور شدم مطالعه زیادی بکنم و در نتیجه باعث کسالت و خستگی شما میشوم. همانطور که میدانید من مجبور شدم انشایی در مورد حضرت علی خلیفه 4 راشدین و امام اول شیعیان بنویسم. علی مادرش فاطمه بنت اسد و پدرش ابوطالب عموی پیغمبر است و در زمانی متولد می شود که هنوز حضرت محمد به پیامبری مبعوث نشده و هنوز حضرت محمد ادعای پیامبری نکرده اند و نه قرآنی نازل شده. پس ایشان هم در نتیجه نمی توانند در آن زمان امام باشند و مانند هر انسان معمولی به دنیا آمدند، چنانچه پیامبر نیز خود به همین شکل متولد شده است. ابوطالب عموی محمد بسیار تنگدست و ندار بود. چند فرزندش را برادرانش از او گرفته و سرپرستی آنها را متقبل می شود و علی را هم محمد نزد خود می برد تا اینکه ادعای پیامبری می کند. خدیجه و علی اولین کسانی هستند که به او ایمان می آورند. اما اهل تسنن معتقد هستند وقتی محمد رسالتش را اعلام می کند از زنان حضرت خدیجه و از مردان ابوبکر و از کودکان علی اولین کسانی هستند که به او ایمان می آورند. 13 سال در مکه پیامبر اسلام را تبلیغ می کند و جمع اندکی از مکیان اسلام می آورند و در عرض این 13 سال چندین اتفاق مثل مهاجرت عده‌ای به حبشه و سپس ماجرای غرانیق و بازگشت کسانی که به حبشه رفته بودند که بعد از پشیمانی محمد از احترام به بت‌های مکه دوباره به حبشه برگشتند و تبعید طرفداران محمد به شیب ابوطالب تا اینکه پیامبر شبانه به طور بسیار مخفیانه از مکه فرار کرده و به مدینه مهاجرت می‌فرمایند. در مدینه اندک اندک بر قدرت پیامبر افزوده می شود تا جایی که جنگ بدر که حمله به کاروانی تجارتی است و غارت اموال کاروان می باشد اتفاق می افتد و پس از آن جنگ احد و جنگ‌های خندق و خیبر و به طور کلی نه غزوه و 24 سری جنگ‌هایی هستند که در زمان پیامبر صورت می‌گیرد که باعث می‌شود محمد دارای نیرو، قدرت نظامی و قدرت اقتصادی قابل ملاحظه‌ای شود، چون در جنگ‌هایی که غنایم به دستور الله از شیر مادر حلال‌تر است، مسلمانان ثروت زیادی به دست می‌آوردند و از این ثروت به دست آمده و از غنایم خمس آن نصیب پیغمبر می شود تا حلال شود. نه فکر کنید فقط پول و اموال مردم را غارت می کردند. غرانیق قراردادی بود که بین حضرت محمد و سران قریش منعقد می شود و آیه‌ای از طرف خداوند به پیامبر نازل می شود که به بت‌های کعبه احترام بگذارند و بعدها پیامبر با اصرار ابوبکر حرف خود را پس گرفته و این آیات را از زبان شیطان می داند. خیر، زنها و بچه های آنها را هم به بردگی می بردند و یا در بازار مدینه به فروش می رساندند و یا آنها را به کار اجباری وامی داشتند. حال صحابه ای که وقتی به مدینه آمده بودند
حتی سرپناهی برای خوابیدن نداشتند، به پول و زمینی رسیده بودند. املاک قبایل یهودی مدینه که در جنگ شکست خورده بودند بین آنها تقسیم شده بود. داستان این یهودیان، مخصوصاً بنی قریظه، بسیار غم‌انگیز است. آنها تسلیم می‌شوند و می‌خواهند پیغمبر اجازه دهد همه چیز خود را در مدینه باقی بگذارند و فقط خودشان با خانواده از مدینه کوچ کنند و بروند. اما سرنوشت شومی در انتظار آنها بود، زیرا تمامی مردان را در برابر دیدگان فرزندان و همسرانشان به دستور پیامبر گردن زدند و آنها را در چاله‌هایی که قبلا حفر شده بود دفن کردند. در این ماجرا 700 تن را حضرت علی ابن ابی طالب با دستان پرتوان و قدرتمند خود گردن می‌زنند. حضرت علی که بسیار مسکین و ندار بود و برای خرج عروسی خود با حضرت فاطمه مجبور می‌شوند زره خود را بفروشند، هنوز از نعمت ثروت بی بهره هستند و برای همین هم با شتری که دارند آب کشی می‌کنند و برای امرار معاش چاه حفر می‌کنند. و در این دوران هیچ مشکلی بین حضرت علی و ابوبکر و عمر و عثمان و سایر صحابه وجود ندارد و آنها که همگی از قریش و خویشاوند بودند، حال با پیامبر نسبت‌های سببی هم پیدا کردند. چنانچه ابوبکر و عمر پدران همسر پیامبر هستند و علی و عثمان دامادهای پیامبر. البته عثمان 2 دختر پیامبر را به زنی می‌گیرد و هیچ گونه اختلاف و برخوردی بین آنها نیست تا اینکه پیامبر رحلت می‌فرمایند و در شورای سقیفه مردم ابوبکر را به جانشینی پیغمبر انتخاب می‌کنند. ابوبکر خلیفه اول جنگ‌های رده را راه می‌اندازد و عمر خلیفه دوم شروع به کشورگشایی می‌کند و خلیفه سوم غنایم غارتی از سرزمین‌های فتح شده را مدیریت می‌کند. و اما خلیفه چهارم راشدین که حضرت علی ابن ابی طالب باشد، درگیر جنگ‌های مسلمان کشی مثل جنگ جمل با عایشه زن پیامبر، جنگ با معاویه که او هم مدعی خلافت و دادخواه خون عثمان شده و جنگ با خوارج می شود و سرکوب شورش‌های اعتراضات مردم ایران در شوش و خراسان و نقاط دیگر ایران که با بیرحمی و کشتار وحشتناکی این اعتراضات سرکوب می شود. این را هم بدانید از 4 خلیفه راشدین به جز ابوبکر مابقی به دست دشمنان کشته می شوند. حال اختلاف بر سر این است که شیعه می گوید خلیفه 4 یعنی علی باید خلیفه اول باشد. اشتباه نکنید، این لغت خلیفه چیز عجیب و غریبی نیست. همان سلطنت است که تغییر ماهیت نداده، فقط تغییر نام داده است. عرب‌ها میگویند خلیفه یعنی جانشین و چون بنیانگذار این نوع حکومت حضرت محمد بوده، آنها را جانشینان او می‌دانند. چنانچه همین لقب خلیفه تا زمان ترکان عثمانی متداول و سپس به سلطان تغییر می‌کند و در ایران هم تا زمان رضا شاه به حاکمان سلطان می‌گفتند و رضا شاه دوباره مانند ایران باستان این لقب سلطان را تبدیل به شاه کرد. حال تمامی اختلاف ما یعنی 200 میلیون شیعه جهان با 1 میلیارد مسلمان سنی در این است که آنها میگویند خلیفه اول ابوبکر و بعد دیگران بودند. ما میگوییم خیر، خلیفه باید علی میشد. توجه داشته باشید که این سلطنت همیشه با قدرت نظامی یا به قولی با زور شمشیر به دست می آمده، چنانچه حضرت رسول هم چنین کردند. و اما امامت که معنای رهبری را می دهد نه سلطنت، اگر چنانچه ما معتقد هستیم امام از طرف خداوند برگزیده می شود، نباید سر مسئله سلطنت یا خلافت مشکلی داشته باشیم. اگر چنانچه سلطنت حق علی بوده و غصب شده، امامت را که کسی غصب نکرده و نمیتواند غصب نماید، چون آنچه را که خدا برمیگزیند خودش حفظ میکند. و اما از این مسئله گذشته،
در زمان خلافت عمر که کشورگشایی‌ها شروع می شود، علی که به سختی امرار معاش می کرد، چنان ثروتمند می شود که بیش از 10 زن و 29 فرزند را سرپرستی و شکم آنها را سیر می کند. البته برای اینکه ایرادی گرفته نشود عرض می کنم 5 زن عقدی گرفتند و بقیه ولد هستند. ولد کنیزانی هستند که از علی صاحب فرزند شدند و در نتیجه دیگر قابل خرید و فروش نیستند. زنان بدون مهر که ارثی هم به آنها تعلق نمیگیرد. ما کاری به پخش شیر و نان و خرمای علی نداریم و راست و دروغش به ما ربطی ندارد، اما از امام صادق روایتی است که علی در یک روز 1000 بنده خریده و در راه خدا آزاد کرده. کار قشنگ و زیبایی است از علی که بر طبق همان روایت دیگری از گرسنگی سنگ به شکم می‌بسته. پول این 1000 برده را چنین آدمی از کجا آورده؟ او که خود بنده خرید و فروش می‌کرده. چنانچه مادر بیشتر اولاد او از بردگانش بودند. این علی برای ما ایرانیان بسیار مقدس است. او که اعتراضات کشاورزان ایرانی را با بیرحمی و ارسال نیروی نظامی خونریزش سرکوب کرده تا جایی مقدس می شود که عده علی اللهی او را خدا می نامند. همانطور که نزدیک شیعه نمی توانید انتقادی بر علی داشته باشید و فوراً شما را بر اساس حکم باقی بودن محکوم به مرگ می کنند، نزدیک علی اللهی شما نمی توانید بگویید بابا علی خدا نیست و بنده خداست. باز سر از تن شما جدا می شود. اصلا من نمی دانم حضرت علی هر کس که می خواهد باشد. آیا لازم است ما اینقدر وقت صرف کنیم و درباره چنین شخصی کتاب و مقاله بنویسیم؟ من که از کرده خود پشیمانم. در اینجا ساکت می شود و بچه ها شروع می کنند به کف زدن و تشویق کردن. آقای دیانت پیشه که مثل مار به خودش می پیچد از پشت میز بلند می شود و به طرف نادر می رود و سیلی محکمی به صورت او می زند و خطاب به بچه ها که دست می زدند با فریاد اعتراض می کند و می گوید حساب تک تک شما را خواهم رسید. من تحمل کردم تا ببینم عاقبت این بچه چه گوهی می خواهد بخورد. فردا تو ایرج خلیلی و رحمان رضایی میگید پدرانتان بیایند مدرسه. شما 3 نفر دیگه حق ندارید بیایید سر کلاس. از مدرسه اخراجید. فردا روز ما رفتیم و پرونده بچه ها را دادند زیر بغلمان. این معلمی بود که میخواستم با سیاوش پاکنیت مقایسه کنید. شما فکر میکنید بچه های ما اشتباه کردند؟ آنچه را که مطرح کردند از روی نادانی و خلاف حقیقت بوده؟ خیر، اگر من بخواهم مولای متقیان را با فردی در دوره خودمان مقایسه کنم، بدون شک در ذهن من نام یک تن نقش می‌بندد. صادق خلخالی. او هم معتقد بود در راه خدا بدون هیچ گونه شک و تردیدی باید انسانها را کشت. زیرا اگر در قضاوت اشتباه کرده باشید مقتول به بهشت می‌رود و اگر قضاوت درست باشد مقتول به حقش رسیده و به جهنم می‌رود. به همین سادگی انسانها را جلوی جوخه اعدام می‌گذاشت و دستور آتش می‌داد و بی‌محابا در راه اسلام و خود و آدم می‌کشت. هر کسی در نظر او باقی و یاغی بود اعدام می‌شد. به راحتی آب خوردن آدم می‌کشت. علی نیز در گردن زدن 700 تن از بنی قریظه هیچ گونه شک و تردیدی نداشت. در کشتار خوارج و جنگ با مردم شوش و خراسان بدون رحم و شفقتی آدم کشت. چی دارم میگم اصلا؟ این حرفا به من چه مربوطه؟ قرار نیست که من هم انشا بنویسم. پسرم نوشت برای 7 پشتمان و 7 نسل آینده ما بس است. در ثانی قرار بود با هم فقط این 2 آموزگار را مورد مقایسه و قضاوت قرار دهیم. پس حرف اضافی ممنوع. فقط تا یادم نرفته عرض کنم همانطور که توجه فرمودید آقای سیاوش پاکنیت در راه عقیده جان شیرینش را تقدیم کرد و بعضی از همکاران هم عقیدهش سالیان سال را در زندان اوین سپری کردند.
و آقای دیانت پیشه هم اتفاقاً سالهایی را در زندان اوین به سمت بازجو و شکنجهگر سپری کردند و عاقبت سردبیر یک روزنامه وابسته به برادران سپاه شدند. پایان 10/9/1399. آوایه‌بور.com. نام کتاب مسافران شهر هرت، نویسنده ف الف، ناشر نشر آوای بوف، سال انتشار 1400، گویش نسیم، ادیت فنی قاسم قرداغی، موضوع مجموعه داستان کوتاه، تهیه شده در کتابخانه اینترنتی آوای بوف. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام بستر خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمامی فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. آوایه‌بور.com. راننده تاکسی. علیخان فقیرزاده به قول خودش 20 و چند ساله که راننده است و گوش شیطانکر هنوز کوچکترین تصادفی نداشته و همه افتخارات زندگیش در طول عمر 45 ساله‌اش همین درست رانندگی کردن است و بس. بعد از 23 سال رانندگی و مسافرکشی هنوز یک اتومبیل قراضه از خودش ندارد. حتی یک پیکان تاکسی 47 و 48 یا یک رنوی 5 و یا یک ژیان زوار در رفته. همیشه از 23 سال پیش برای دیگران رانندگی کرده و از تومانی 3 ریال تا به امروز که به تومانی 5 ریال رسیده با همین درآمد و رانندگی نان بخور و نمیری برای خانواده 4 نفری خود فراهم کرده و همیشه هم برخلاف خانمش راضی بوده. علیخان بعضی از روزها 14 ساعت پشت فرمان می نشیند. 8 صبح که استارت می زند، غالباً یک بعد از ظهر در گوشه‌ای پارک می کند و فقط حدود 20 دقیقه نهاری که با خود آورده می خورد و دوباره یا علی مددی می گوید و حرکت را از نو شروع می کند. برای همین مالک ماشین که سالیان سال است از زمانی که پیکان 50 داشته تا امروز که پیکان مدل 70 دارد، علیخان تنها راننده‌اش بوده، زیرا هم سالم است و هم دخل را هر آنچه هست رو می کند و سهم خودش را بر می دارد. که البته 1 سالی است منوچهر کرمی مالک ماشین هر جمعه شب در آژانس اتومبیل خودش واقع در خیابان بابایی نرسیده به کوچه آبدارباشی نبش تراشکاری وارتان ارمنی از علیخان دخل را تحویل می گیرد، چون می داند علیخان هیچگاه در امانت خیانت نمی کند. سالیان سال است که علیخان امتحانش را پس داده، پس هر شب نه مزاحم علیخان می شود و نه خودش برای این مسئله وقت می گذارد. با اینکه هر شب و یا هرگاه علیخان در منزل کاری داشته باشد، تاکسی را جلوی آژانس پارک می کند و چند قدمی را پیاده به طرف منزل می رود. از اینها گذشته علیخان زندگی خوبی دارد. گویی این که از لحاظ مالی دست و بالش بسته است، اما از زندگیش و خانم بچه ها بسیار راضی است. هرچند بعضی وقتها به خاطر تنگ دستی خانمش نقنقی می کند، اما علیخان عادت کرده از یک گوش می گیرد و از گوش دیگر در می کند و خیلی آرام و بیخیال از کنار این غر زدنها رد می شود، به طوری که پایش به هیچ چیزی گیر نمی کند. علیخان در اردیبهشت سال 1357 با منیژه خانم همولایتیش در نظرآباد کرج ازدواج کرد و از همان زمان به خانه‌ای که تاکنون ساکن هستند نقل مکان کرد. منزلی در خیابان سراح اکبرآباد
خیابان خرمشهر. البته از 2 سال قبل از عروسی علی خان در این منزل سکونت داشت و با صاحب خانه‌اش آقای فکور خداداد که تنها وارث مرحوم محمد تقی خداداد بود دوستی دیرینه‌ای داشت. گاهگداری به اتفاق در اغذیه فروشی ناتالی که در جوار سینما ناتالی بود چند بطری آبجو را به حندقه بلا می‌ریختند و در بعضی از شب‌های جمعه هم روبروی همان اغذیه فروشی 2 مغازه مانده به گرمابه گلستان 2 دهن عرق فروشی بود که آنجا با 1 پرس کشک بادمجان و گاهی 1 پرس کوفته ریزه 1 5 سری عرق اتحادیه مخصوص را به سلامتی همدیگر تا ته بالا می‌کشیدند و شاد و شنگول به خانه می‌رفتند، چون هر دو راهشان یکی بود. پلاک 10 خیابان خرمشهر منزل فکور خداداد بود که 2 درب حیاتی داشت. درب جنوبی از 1 راهرو سمتری تنگ و تاریک به حیاتی می‌رسید که با 2 پله آجری به کف حیاط می‌رسیدیم و وسط حیاط هم 1 حوض کوچک با رنگ آبی بود که شیر آبی با 1 شلنگ کوتاه کنار آن دیده می‌شد. روبروی در ورودی ساختمانی بود با 2 اتاق خواب و 1 آشپزخانه کوچک و توالت و دستشویی و 1 ایوان به عرض 4 متر در 2 متر که بعضی وقتها آقا فکور اگر حوصله داشت حیاط را آب و جارو می‌کرد و قالیچه‌ای در ایوان می‌انداخت و از دوستش در ایوان پذیرایی می‌کرد. عرق و مزه را آقا فکور تدارک می‌دید و علی خان هم از نانوایی بربری که روبروی مسجد در طرف مقابل منزل آنها بود نانی می‌گرفت و از رجب جیگرکی کنار نانوایی هم چند سیخ دل و جیگر می‌گرفت و سوروسات شب بدین شکل مهیا می‌شد. اینها مربوط به زمانی بود که علی خان ازدواج نکرده بود. گویی اینکه هر از گاهی این برنامه باز به یاد گذشته با عرق‌های صد امام تکرار می‌شد. توضیح حاشیه: چون امام خمینی حسابی با شماره 100 باز کرده بود تا کمک‌های مردمی را دریافت کند، مصرف کنندگان این نوع عرق به آن می‌گفتند حساب 100 امام، چون 1 بطر عرق دست ساز را ارامنه و کسانی که عرق می‌گرفتند در کیسه‌های فریزری می‌ریختند و بابت هر بطر 100 تومان می‌گرفتند. ادامه متن. و هر شبش برای آنها 1 دنیا خاطره بود، زیرا پس از اینکه 2-3 پیک را بالا می‌انداختند، آقا فکور می‌رفت کتاب حلیة المتقین محمد باقر مجلسی را می‌آورد و اسباب خنده و شادی را به راه می‌انداخت. ابتدا خودش مبحثی را باز می‌کرد، مثلا در معالجه اوجاع مفاصل و فلج و بواسیر و امراض مثانه و سایر امراض و شروع می‌کرد علاج 1 نوع بیماری را خواندن و بیشتر وقتها 1 نوع بازیگری در آن دیده می‌شد، مثل شبی که چند پیک بیشتر مصرف کرده بودند. فکور بلند می‌شد و با رقص و بشکن زدن من یه جام درد می‌کنه، حکیم باشی جون. علی خان: کجای تنت درد می‌کنه عزیز جون؟ فکور: آخه خجالت می‌کشم با این که دارم درد می‌کشم. علی خان: دردتو بگو عزیزم، خجالتت میریزه. فکور با غیر و قمیش و ناز و ادا: من داره اونجام میسوزه، بدجوری هم هی میسوزه. علی خان بلند شده با اون میرقصد: میسوزه که بسوزه، من برات خوبش میکنم، دردتو درمون میکنم. فکور: روم نمیشه، حکیم باشی. علی خان: چرا نمیشه؟ فکور: آخه نمیشه، روم نمیشه. علی خان: بگو آقا جون تا خوب بشی، 1 شبه دردت میریزه 1 کوه میشی. فکور: آخه من اونجام میسوزه، چجوری بگم؟ این باسنم هی میسوزه. علی خان در حالی که میرود سر جایش مینشیند: از اول بگو بواسیر دارم و ما رو راحت کن. فکور هم سر جایش مینشیند: بله که دارم. حالا کتاب را باز میکنیم ببینیم درمان ما چیست. با صدای بلند میخواند: در حدیث معتبر منقول است که معلی ابن خنیس به حضرت صادق علیه السلام شکایت کرد از درد فرج. حضرت بفرمود که عورت خود را در وضعی گشوده ای که سزاوار نبوده. نه بابا، این که درمان درد من نیست، بگذار داروی درد خودم رو پیدا کنم. ببین علی خان برای هر دردی درمانش را گفته. لامذهب از کنار هیچ دردی بدون دادن نسخه نگذشته. خب این هم داروی من، گفته این دعا را بخوانم: یا جوادو، یا رحیمو، یا قریبو، یا مجیبو، یا باریو، یا راحمو،
صل علی محمد و آله واردد علی نعمتک وکفنی امر وجعی. میگه این دعا را بخوان بواسیرت خوب میشه. پس همین دعا را بخوان و خیالت تخت فکور. نه صبر کن، یک درمان دیگر هم هست. میگه در حدیث دیگر منقول است که شخصی به حضرت امام رضا شکایت کرد از بواسیر. فرمود که سوره یاسین را با عسل بنویس. یاد گرفتی؟ با عسل بنویس و بشور و بخور، خوب میشی. والا این مردم دیوانه اند. وقتی به این راحتی بواسیر خوب می شود، آن وقت احمق‌ها می روند زیر کارد جراحی. ببین اگر یک وقت دندان درد گرفتی، نری پیش دندان پزشک. تو همین کتاب دعاشو نوشته. بیا من دعاشو بهت میگم، 3 بار میخوانی. بعد من همین شلنگ را، اشاره به شلنگ شیر لب حوض، میدم بهت. یک سرشو میذاری تو دهنت، سر دیگه اش را هم میبری تو دهنت. میگیری روی دندانی که درد میکنه، بهش فوت میکنی، خوب میشه. فهمیدی؟ علی خان: بله. فکور: پس بلند شو برو که امشب برات کافیه. یواش باید یاد بگیری. یک شبه که نمیشه همه علومو یاد گرفت. علی خان: اما آقا فکور، این آخوندها به این ملت خیلی خیانت کردند. اگر دعاهای همین کتاب را به مردم یاد داده بودند، دیگر هیچ کس به دکتر و دارو احتیاجی نداشت و اینقدر پول تو جیب این دکترها نمیریخت. قبول داری؟ فکور: بله، اما من فکر میکنم خودشان هم این کتاب را نخواندن، چون تا مریض میشن میرن پیش دکتر و حتی دکترهای خارج کشور. برای امشب علی خان کافیه. یک پیک دیگه هم داریم، آن هم بریز و بساطو جمع کن و تو هم برو پیش زن و بچت. و اما منزل علی خان، ملک آقای فکور خداداد، در ضلع غربی خیابان خرم شهر با پلاک 10 مشخص شده که بعد از آن درب منزل علی خان و سپس مغازه الکتریکی حسین سیمکش و موتورسازی جعفر ورامینی است که کرایه این 2 مغازه و منزل علی خان می شود کل درآمد آقای فکور خداداد یا الغوز بی یار و یاور. و همانطور که گفتم، درب کنار پلاک 10 منزل علی خان است که وقتی درب را باز می کنی به یک راهروی آجری تنگ و تاریکی می رسی که باید حتما چراغ برق را روشن کنی تا بتوانی جلوی پایت را ببینی. این بنا بر روی آن 2 مغازه ساخته شده که شامل 2 اتاق کوچک و یک دستشویی و یک آشپزخانه در زیر راه پله‌ای که به پشت بام می رود می باشد. منیژه خانم از اردیبهشت سال 57 که در این آپارتمان ساکن شد، 2 پسرش تقی و نقی را در سال 62 و در سال 67 در بیمارستان لقمان الدوله به دنیا آورد و همینجا بزرگ کرد. گو این که زندگی در چنین جایی با امکانات ناچیزش که 30 سال از عمرش می‌گذرد و اجورهایش به فوتی بنده است، باعث ناراحتی و نگرانی منیژه خانم است. اما از طرفی می‌داند با این کرایه کم اگر از اینجا بلند شود، با درآمدی که علی خان دارد، توانایی اجاره جای بهتری را ندارد و تازه دوستی و محبت آقا فکور به علی خان خیلی بیش از اینها ارزش دارد. آقا فکور هیچ وقت بابت اجاره آنها را در فشار قرار نداده و هنوز کرایه‌ای را می‌دهند که 10 سال پیش پرداخت می‌کردند. منیژه خانم می‌داند که مجبور است با همین شرایط کنار بیاید. فقط گاهی غوری به علی خان می‌زند و دیگران را به رخش می‌کشد. مخصوصاً منوچهر کرمی را که می‌گوید او هم یک راننده بود مثل تو. چطور اون تونست برای خودش صاحب ماشین شود و بعد هم یکی را 2 کنه و آژانس اتومبیل راه بیاندازه، اما تو هنوز راننده همان آقا منوچهر هستی. آخه مرد، تو چی از اون کمتر داری؟ و علی خان سرش را پایین میاندازد و میگوید نمیدانم اون چطوری پولدار شد که من نتوانستم. منیژه، تو هم به دست آوردی، حتما به بادش دادی. همین عرقخوری ها پول نمیخواد؟ علی خان: چرا خانم؟ اما آن موقع خرجی نداشت. هفته‌ای 2 تا 3 تا آبجو میخوردیم، میشد 6 تومن. عرق 5 سیرش حد اکثر 6 تومن میشد. کی با هفته‌ای 6 تومن پولدار میشه؟ بابا بی انصاف. بعد از 1 هفته کار و سگدویی و از این سر شهر به آن سر شهر رفتن، حق نداشتیم با 6-7 تومن تفریح کنیم؟ منیژه: حالا چی؟ علی خان: حالا هم باور کن در برابر تفریحات مردم برای 1 هفته سگدویی هیچی نیست. خرج ما به اندازه پول یه آدم سیگاری هم نمیشه. اما اگر شما مخالفید، چشم، ما دیگه گرد این متاع نمیگردیم. منیژه که خودش از گفته‌هایش پشیمان شده بود، دلش به حال علی خان میسوزد.
نه نوش جانت، اما یک قدری هم به فکر ما و بچه ها باش. اینها دارن بزرگ میشن، خرجشون هم بزرگ میشه. علی خان حواستو جمع کن، باید یه فکری بکنی. 1-2 روز بعد از این صحبت ها، یک شب که علی خان خسته از کار میخواست وارد خانه شود، آقا فکور را دید که جلوی درب منزلش ایستاده. ابتدا فکر کرد باز میخواهد بساط عرق خوری راه بیاندازد، اما هنوز دامنه فکرش از شیشه عرق به مزه ها نرسیده بود که آقا فکور با اخم و تخم گفت: علی خان باید اینجا را تخلیه کنی، میخوام خانه را بفروشم، از حالا بهت گفته باشم. علی خان که خسته و کوفته از کار آمده بود، انگار کوهی را سر شانه هایش گذاشته باشند، دیگر قادر نبود از پله های منزلش بالا برود. همانطور که در را باز کرده بود، روی پله جلوی در نشست و سرش را میان 2 دستش گرفت و فکور هم نگاه دلسوزانه‌ای به او انداخت و رفت داخل خانه. شاید بیش از 1 ساعت علی خان بدون هیچ گونه حرکتی به همان حالت توی قاب در نشسته بود تا آخر سر با صدای منیژه که فریاد میزد علی خان چرا نمیای تو، به خودش آمد و به سختی از پله ها بالا رفت. منیژه: چی شده؟ چرا اینقدر در همی؟ نکنه تصادف کردی؟ علی خان: نه. منیژه: پس چه مرگته؟ ماشین رو ازت گرفتن؟ علی خان: نه بابا. منیژه: ما رو که جون به لب کردی، خب بنال ببینم دردت چیه؟ علی خان: میخوای بدونی؟ منیژه: آره، هیچ وقت با این حال خونه نمی آمدی. علی خان: جلوی در فکور را دیدم، گویا منتظر من بود، تا منو دید گفت باید اینجا را تخلیه کنید، میخوام ساختمان را بفروشم. منیژه: نه، نکنه باهاش به هم زدی؟ اینطوری نمیشه، رفیق 20-30 سالته، حتما کاری کردی که ناراحت شده. علی خان: نه بابا، چی کار کردم؟ من که از ترسم هر چی میگم چشم. منیژه: آخه این حرفا از آقا فکور بعیده. علی خان: حالا که گفته میبینی بعید هم نیست، میگی چی کار کنیم؟ منیژه: چه کاری میتونیم بکنیم؟ باید صبر کنیم مدرسه بچه ها تعطیل بشه تا ببینیم چه خاکی باید به سرمون بریزیم. من که هی جزمی زدم برای همین روزها بود. علی خان در حالی که نمیتواند اشک و بغضش را کنترل کند زار میزند: آخه تو میگی من باید چی کار میکردم؟ دارم روزی 10-12 ساعت کار میکنم، بی انصاف، گرونیه، هرچی در میاری باد هوا میشه، من چه خاکی باید به سرم بریزم؟ منیژه از اینکه شوهرش را در چنین حالی میبیند دلش میسوزد و سعی میکند او را آرام کند. حالا ناراحت نشو، از قدیم گفتن از این ستون به آن ستون فرجیه، چیزی نشده، از اول هم قرار نبود تا ابد اینجا باشیم. اگر جا گیر نیاوردیم میریم ده خونه بابام، اونها که از خداشونه. علی خان: راست میگی منیژه؟ منیژه: دروغم چیه؟ حالا پاشو یه آبی به دست و صورتت بزن بیا شام بخوریم، گور پدر دنیا هم کرده، دم را خوش است. قدری برای علی خان قر و قمیش می آید و با رقص و شادی ساختگی می رود تا سفره شام را آماده کند. البته علی خان هم می فهمد این حرکات برای دلخوشی و آرام کردن اوست، اما بلند می شود، دست و صورتش را می شوید و سر سفره می رود. چند روزی از این ماجرا می گذرد تا اینکه ساعت 2 بعد از ظهر علی خان که خیلی گرسنه شده بود دیگر توجهی به مسافرین توی خیابان نداشت. چون می‌خواست تنها مسافرش را به مقصد برساند و بعدش نهارش را بخورد، مسافر را در خیابان آذربایجان نرسیده به سینما المپیا پیاده کرد و کرایه‌اش را گرفت. ناگهان نگاهش به صندلی عقب افتاد که ساک نسبتاً بزرگی روی صندلی جا مانده بود. فوراً مسافرش را صدا کرد و گفت: ساکتان را جا گذاشتید. و مسافر هم شانه‌هایش را بالا انداخت و گفت: ساک مال من نیست. علی خان هم عجبی گفت و ماشین را کنار خیابان پارک کرد و رفت از صندوق عقب بخچه غذایش را آورد، روی صندلی عقب نشست و غذایش را تا لقمه آخر خورد و بعد از جمع جور کردن سفره غذاش ساک را برداشت و گفت: حالا صاحب بی پدرش را چجوری پیدا کنم؟ سیب ساک را کشید و چشمانش برقی زد و زبانش بند آمد. ساک پر از اسکناس‌های 1000 تومانی و 500 تومانی بود. یه یا خدایی گفت و پس از چند لحظه خیره شدن به پولها زیپ ساک را کشید و رفت پشت فرمان نشست. البته ساک را روی پایش گذاشته بود. با سرعت به طرف منزل حرکت کرد و طبق معمول ماشین را جلوی آژانس منوچهر گذاشت و سوئیچ را هم به منوچهر داد و ساک را برداشت، با شتاب به طرف منزل رفت.
درب را باز کرد و بدون اینکه کلید برق را بزند تو تاریکی به طبقه دوم رسید و رفت ته اتاق نشست و تکیه به دیوار داد و ساک را جلویش گذاشت و منیژه را صدا کرد. علی خان: منیژه کجایی؟ منیژه: کجا هستم؟ سر کوه قاف، تو یک وجب جا که آدم گم نمیشه. میآید و جلوی علی خان مینشیند. حالا بگو ببینم چه مرگته؟ علی خان: بیا که کارت دارم. منیژه: این ساک چیه که جلوت گذاشتی؟ راستی چرا این وقت روز آمدی خونه؟ علی خان: یک خورده دندان به جیگر بگیر تا متوجه شی. بیا اینو نگاه کن. زیپ ساک را میکشد و پولها را به منیژه نشان میدهد. منیژه: یا علی، این همه پول از کجا آوردی؟ علی خان: فکور ما رو جواب کرده، حالا بهش نشون میدیم. منیژه: گفتم از کجا آوردی؟ علی خان: از کجا آوردم؟ خدا رسونده، کار خداست. منیژه: چرت و پرت نگو، نکنه دزدی کردی؟ مگه میشه تو این همه پول؟ علی خان: دهنتو آب بکش زن، منو دزدی؟ نمیتونی ببینی شوهرت پولدار شده؟ منیژه: آخه چجوری؟ مگه میشه صبح کون لخت بزنی بیرون، بعد از ظهر با یک کیف پر از پول برگردی؟ میشه؟ علی خان: گفتم کار خداست، خدا خودش برامون حواله کرده. منیژه: مرد، اینقدر منو زجرکش نکن، راستشو بگو از کجا گیر آوردی؟ علی خان: راستش نمیدونم، اینو یکی از مسافرها تو تاکسی جا گذاشته. منیژه: باور کردنی نیست، این همه پولو کدوم احمقی جا میذاره؟ علی خان: خب میبینی که یک احمقی جا گذاشته. منیژه: حقیقتش گرسنه بودم، دیگه مسافری نزدم تا اینکه آخرین مسافر رو نزدیک سینما المپیا پیاده کردم که چشمم افتاد به این ساک. صداش کردم و گفتم آقا ساکتو جا گذاشتی. گفت نه، اون مال من نیست. خب من دیگه از کجا بدونم صاحبش کیه؟ این بود که فوراً آمدم خانه تا تو رو هم خوشحال کنم. کار خدا را میبینی منیژه، فکور ما رو جواب میکنه هنوز چند روز نگذشته خدا یک کیف پول برامون میفرسته. که چی؟ که منیژه خانم ناراحت نباش، حالا خودت میتوانی یک خانه برای خودت داشته باشی. منیژه: قربون اون مهربونیت خدا جون، راست گفتن که خدا گر ز رحمت ببندد دری، ز حکمت گشاید در دیگری. کار خدا رو میبینی علی خان، باز هم نماز نخون. علی خان: آره خانم جان، از همین فردا برو دنبال جا بگرد و یه آپارتمان نقلی قشنگ پیدا کن تا هرچه زودتر از این خراب شده نجات پیدا کنیم. آن روز علی خان از خوشحالی دیگر سر کار نرفت و مرتب جلوی خانه‌اش قدم میزد تا آقا فکور را ببیند و عاقبت دمدمای غروب آقا فکور از خانه‌اش بیرون آمد و تا علی خان را دید با خوشرویی سلام کرد و علی خان به سردی جوابش را داد و گفت: آقا فکور، زیاد ناراحت نباش، ما در عرض همین چند روزه اینجا را تخلیه می‌کنیم و میریم. فکور: این حرفا چیه که میزنی علی خان؟ ما و شما این حرفا رو نداریم، اینجا مال خودته، برای چی میخوای بری؟ علی خان: یادت رفته چند روز پیش گفتی میخوام اینجا رو بفروشم، فکر جا باشید؟ فکور: ای بابا رفیق نازنین، این حسین سیمکش منو ناراحت کرده بود، از روی ناراحتی به تو هم چیزی گفتم، چرا به دل میگیری؟ تو اگر از اینجا بری من بی تو دق میکنم. علی خان: تو رفیق چندین و چند ساله منی، تو بری دیگه با کی بشینم عرق بخورم و کتاب حلیت المتقین بخونم عزیز؟ علی خان: نه دیگه، تو ما رو جواب کردی، این نمیشه که یه روز بگی برو یه روز بگی نرو. ما از اینجا میریم آقا فکور، آب هم یک جا زیاد بمونه میگنده. فکور: تو غلط میکنی بری، با اجازه یکی؟ تو که اینجوری نبودی، حالا ما یه غلطی کردیم، تو باید به دل بگیری؟ علی خان: راستش فکور اینجا برامون خیلی کوچیکه، هیچ امکاناتی نداره، خانمم خسته شده، حقیقتش تو هم نگفته بودی میخواستیم بریم. فکور: حالا جای بهتری پیدا کردی؟ علی خان بهت بگم امروز بهت بابت اجاره یه مبلغی میگن، سال بعد اجاره بیشتری میخوان، این صاحب خانه ها هر سال مبلغ اجاره را زیادش میکنند. نگاه به اینجا نکن، اینجا مال خودته، اگرچه بی ارزش و ناقابله، اما داری زندگی میکنی، سرپناهی برای خودت و خانوادته. علی خان: آخه میدونی چیه فکور، دنبال جایی هستیم که بخریم. فکور: چی؟ بخری؟ نکنه ارثی بهت رسیده ناقلا؟ علی خان: نه بابا. فکور: پس حتما گنج پیدا کردی. در این لحظه منیژه خانم در حالی که چادر کدری گلداری به سر دارد از خانه بیرون می آید و شوهرش را صدا می کند. منیژه: کجایی علی خان، چرا نمیای خونه؟ ایوا سلام آقا فکور، ببخشید تو رو به خدا، بیا علی خان، کار واجبی باهات دارم. فکور: سلام از ماست منیژه خانم، خسته نباشید. منیژه: خیلی ممنون، مانده نباشید آقا فکور. علی خان: خب آقا فکور، خدا حافظ. فکور: به سلامت، اما باید با هم حرف بزنیم، اینجوری نمیشه. علی خان: باشه.
به اتفاق منیژه داخل منزل می شود و به همان اتاق که در ساک را باز کردن می روند. پولها رو کجا گذاشتی؟ دیگه خانه را تنها ول نکنی ها. این همه پول تو این خونه است. برای چی وقتی من نیستم تو هم میای بیرون؟ منیژه: کارت داشتم. 2 ساعت رفتی بیرون، چه غلطی میکنی؟ علی خان: خواستم فکو رو ببینم و بهش بگم ما این خراب شده رو تخلیه میکنیم. منیژه: دیر نمیشد، بالاخره بهش میگفتیم. علی خان: خواستم دق و دلیمو خالی کنم. منیژه: حالشو گرفتی؟ علی خان: نه بابا، بیچاره خیلی ناراحت شد. میدونی چیه منیژه؟ از دست حسین سیمکش عصبانی شده بود. اون حرفم به ما زد. وقتی گفتم ما تو همین چند روزه از اینجا میریم خیلی ناراحت شد. حتی گفت من غلط کردم، شما چرا بزرگش میکنید؟ التماس میکرد که نریم. منیژه: بیخود فقط مانده که این هم برای ما تصمیم بگیره. خب علی خان، از فردا من میخوام برم دنبال خانه بگردم. این ساکو میگی چه کارش کنیم؟ کجا پنهانش کنیم؟ علی خان: نه بابا، اینجا که در و پیکر درست حسابی نداره، دزد میاد و تمام آرزوهایی که داریم به غارت میبره. منیژه: پس میگی چی کار کنیم؟ علی خان: من میبرم میندازمش تو صندوق عقب ماشین. منیژه: نه اون بدتره. یکو چند نفر میریزن سر تو، به زور ازت میگیرن. اصلا شاید صاحبش هم پیدات بکنه. علی خان: اگه صاحب داشته باشه و پیداش بشه که باید داد به صاحبش. منیژه: مرد، مگه میشه این همه پول صاحب نداشته باشه؟ بالاخره مال کسی بوده. علی خان: من فکر کردم کار خدا بوده. منیژه: یعنی از هوا آمده تو تاکسی تو؟ علی خان: نه، اما اگر کسی هم جا گذاشته حوالی خدا بوده، همین. منیژه: هرچی، بهترینش اینه که تو خونه یه جایی قایمش کنیم. علی خان: دزد که به کاهدان نمیزنه. کدوم دزد ناشی و احمقیه که بخواد برای دزدی بیاد تو این خراب شده؟ بالاخره تصمیم گرفتند ساک را در خانه جایی پنهان کنند و روزها منیژه خانم برود سری به بنگاه‌های املاک بزند تا شاید آپارتمانی پیدا کنند. و اما از طرفی مشرحمان فرجی 58 ساله، بازنشسته سازمان تامین اجتماعی و آبدارچی دفتر مرکزی روزنامه همشهری، پس از اینکه در دفترخانه به اتفاق خواهرش اسناد فروش خانه پدری را امضا کردند و خواهرش یک فقره چک بانکی به مبلغ 225,000 تومان از خریدار گرفت و مشرحمان که پول نقد خواسته بود مبلغ 450,000 تومان اسکناس را در ساکش جا داد. از همدیگر خداحافظی کردند و هر کدام به سوی خودشان رفتند و مشرحمان جلوی دفترخانه برای اینکه زودتر به دفتر روزنامه همشهری محل کارش برسد یک تاکسی سوار می شود و در چهارراه ولیعصر پس از پرداخت کرایه پیاده می شود و از آنجا با تاکسی دیگری به دفتر روزنامه واقع در خیابان ولیعصر نرسیده به پارک وی کوچه تورج می رود و از بله ها بالا رفته و می خواهد وارد آبدارخانه بشود که سردبیر صفحه اجتماعی روزنامه را می بیند و سلامی می کند. سردبیر: سلام مشرحمان، کار تمام شد؟ مشرحمان: بله آقا، امضا کردیم و پولها رو گرفتیم. سردبیر: پس مشرحمان تا یارو آپارتمانی که برات دیدیم نفروخته فوری برو تمامش کن. مشرحمان: حتما آقا، اتفاقا خانم از شهرک راه آهن خیلی خوشش آمده. چای میل دارید؟ سردبیر: حقیقتش خیلی وقت هوس چای کردم. مشرحمان: به روی چشم، الان یه چای لیپتونی بهتون میدم تا چای دم بکشه. داخل آبدارخانه می شود و یک لیوان چای برای سردبیر ریخته داخل یک پیش دستی می گذارد و به اتاق سردبیر می برد. بفرمایید اینو میل کنید تا 10 دقیقه دیگه یه چای دبش براتون میارم. سردبیر: دستت درد نکنه مشرحمان. راستی گفتی پول نقد گرفتی، پولا رو چیکار کردی؟ مشرحمان: پولا رو گذاشتم تو ساک غش می کند و روی زمین می افتد. همکاران دور او جمع می شوند و با هزار زحمت بعد از 10 دقیقه به هوشش می آورند و تا به هوش می آید می گوید ساک، باز از هوش می رود. سردبیر: ساکش کجاست؟ کسی ساکشو دیده؟ همگی به همدیگر نگاه می کنند و با سر جواب منفی می دهند. اگر به هوش آمد دیگه باهاش حرف نزنید. اما هر کاری می کنند مشرحمان به هوش نمی آید. لذا به اورژانس زنگ می زنند و او را با آمبولانس به بیمارستان طالقانی می برند و بستری می کنند و فردا صبح چند تن از همکاران از جمله سردبیر صفحه هنری و اجتماعی روزنامه به دیدنش می روند و
و متوجه میشوند مشرحمان چه دستگلی به آب داده. قدری به او در حضور خانمش دلداری میدهند و میگویند چندین نوبت آگهی میزنیم و برای یابنده جایزه میگذاریم. حتما پیدا خواهد شد. مشرحمان ناراحت نباش، هنوز انسانهای خوب و سالم زیادند. مشرحمان با ناراحتی و ضعف بسیار و به صورت گریان: نه آقا، من مطمئن هستم که پیدا نمیشه. اگه قرار بود پس بیارن تا حالا آورده بودن. معلوم نیست کدام از خدا بیخبری برش داشته. سردبیر هنری: از کجا میدونی مشهدی رحمان؟ به خدا من دلم روشنه که پیدا میشه. خطاب به همکاران: امروز که گذشت، از فردا صبح آگهی میزنیم. مشهدی رحمان سعی کن خودتو بیش از این ناراحت نکنی و زودتر مرخص شی. دفتر روزنامه بدون وجود مشهدی رحمان صفایی نداره. ما هر روز صبح وقتی تو را میبینیم حالمون خوب میشه. خانم، با اجازه شما ما رفع زحمت میکنیم. یک کاری کنید فردا مرخص شه. مشهدی رحمان فردا مرخص شد، اما به دفتر روزنامه نرفت. نه اینکه نخواد بره، توان رفتن را نداشت. در خانه روی زمین بر روی تشکی دراز کشیده بود و مرتب ناله میکرد. از این ماجرا 3 روز گذشت تا اینکه روز 4 علی خان و منیژه خانم در نبود بچه‌ها ساگ را باز کرده بودند و پولها را می‌شمردند. چون منیژه خانم یک آپارتمان در خیابان مرتضوی دیده و پسندیده بود به مبلغ 375,000 تومان. حال می‌خواستند مطمئن شوند که این مبلغ را دارند یا خیر. از ذوق زدگی و هیجان و اضطراب تا امروز پولها را شمارش نکرده بودند. حال شمارش بسته آخر را که تمام کردند به رقم 440,000 تومان رسیدند و علی خان ته کیف کارتی پیدا کرد که مشخصات مشهدی رحمان و محل کارش در روزنامه همشهری را نوشته بود. فوراً کارت را برداشت، اما مثل این که یک سطل آب یخ ریخته باشند روی سرش. از سردی آب صورتش خیس عرق شد و از پولها فاصله گرفت. به کنار دیوار رفت و پایش را دراز کرد و به دیوار تکیه داد. منیژه خانم که متوجه کارت و تغییر حالت علی خان نشده بود، پولها را در ساک قرار داد و ساک را زیر رخت خواب پنهان کرد. منیژه: خب الحمدلله زیاد هم آمد. با اضافه اش هم وسایل نو برای خانه جدید می‌خریم. چرا ساکتی حرف نمی‌زنی؟ علی خان گویی در این دنیا و در این محل نیست. ناگهان به خودش آمد و گفت: هان، با منی؟ منیژه: پس با کی هستم؟ میگم با بقیه پولها برای منزل نو اساس نو می‌خریم. علی خان: باشه، اما منیژه اگه صاحب ساک پیدا بشه چی؟ منیژه: صاحب ساک پیدا بشه؟ غلط میکنه پیدا شه. کدوم صاحب؟ اگه صاحب داشت حالا خبری ازش میشد. علی خان: یعنی اگر صاحب پول بیاد و بگه این پولها مال منه تو بهش نمیدی؟ منیژه: نه که نمیدم، بهت گفتم صاحب نداره بگو. خب. علی خان: اگر صاحب نداره پس چجوری آمده تو ماشین من؟ منیژه: من چه میدونم، خودش با پای خودش آمده. علی خان: این که نمیشه زن، یه چیزی بگو قابل قبول باشه. منیژه: یادت رفت میگی خدا فرستاده. خب خدا خودش اینو برای من و تو و بچه‌ها حواله کرده. علی خان: آخه چجوری؟ منیژه: چجوریشو من نمیدانم. شاید به جبرائیل و میکائیل و اسرافیل گفته این ساکو ببر بگذار تو تاکسی. علی خان: چرا میخوای با اعصاب من بازی کنی؟ علی خان: باشه، اگه اینطوره که تو میگی من دیگه حرفی ندارم، اما اگر صاحبش پیدا بشه باید مالشو بهش داد. اگر بیاد و بهش ندیم این پول دزدیه. به خدا با از دیوار مردم بالا رفتن فرقی نمیکنه. من 20 و چند ساله دارم کار میکنم و یک لقمه حروم نه خودم خوردم نه تو شکم شما ریختم. منیژه: پس اون حرومی هایی که با فکور میخوری چی میشه؟ اونها حرام نیست؟ علی خان: فرق میکنه منیژه خانم، اون هم مال خودمه که میخورم نه مال مردم. ببین من حرفی ندارم، اما اگر صاحب این پول پیدا شد باید بدیم بهش. شاید این پول دوا و درمان یک بدبختی باشه. منیژه: تا کی میخوای منتظر صاحبش بمونی؟ چند روز و چند ماه علی خان؟ فقط 2-3 روز. منیژه: اگر تو این 2-3 روزه صاحب ساک پیدا نشد آن وقت مال ماست؟ علی خان: بله که مال ماست، آن وقت از شیر مادر هم حلال تره. خب منیژه، من میرم سر کار، شب شاید دیر بیام، اگر بتونم میخوام تا دیر وقت کار کنم. منیژه: برای چی دیگه خودکشی میکنی؟ نه خیر، لازم نکرده، شب زود بیا دور هم باشیم.
علی خان بلند می شود و یک راست به مغازه منوچهر کرمی می رود تا سوئیچ را بگیرد و برود پی کارش. وقتی وارد مغازه می شود منوچهر با تلفن در حال مکالمه است و علی خان با اشاره دست سوئیچ را می خواهد و منوچهر هم با اشاره به او می فهماند بنشیند تا تلفنش تمام شود و او روی صندلی کنار در می نشیند و منوچهر پس از پایان مکالمه تلفنی: علی خان، تازگی ها زود میای خانه، تن به کار نمیدی. چی شده؟ از کار خسته شدی؟ علی خان: نه منوچهر خان، کار داشتم، گفتم بیام نهار هم بخورم. تلافیش رو در میارم، مطمئن باش. چند شب که تا 1 و 2 شب کار کنم جبران میشه، ناراحت نباش. منوچهر: ناراحت نیستم، گفتم شاید مشکلی داری و اگر نه کورشه بقالی که مشتری خودشو نشناسه بعد از اندی سال کار کردن با تو و از تو ناراحت بشم. این حرفا کدومه؟ بفرما، این هم سوئیچ. علی خان سوئیچ را میگیرد و پس از خداحافظی پشت فرمان مینشیند. از خیابان بابایی و سراح اکبرآباد به طرف چهارراه مخصوص میرود و پس از عبور از چهارراه در خیابان منیریه جلوی باجه تلفن توقف میکند و داخل باجه میرود. پس از چند دقیقه مکالمه در حالی که عرق از سر و صورتش میچکید پشت فرمان قرار میگیرد و نفس عمیقی میکشد و شب به منیژه اطلاع میده صاحب پول پیدا شده و فردا میاد ساک رو بگیره. آن شب منزل علی خان جهنمی برپا شده بود تا 1-2 ساعت بعد از نیمه شب کارزار در میدان جنگ ادامه داشت. آخر سر هم منیژه خانم گفت من که صاحب ساکو تو خونه راه نمیدم، ببرش خونه فکور، اونجا ساکو تحویل بده، اصلا نمیخوام با این آدم روبرو بشم. فردا ساعت 9 صبح مشهد رحمان به اتفاق عکاس خبری و چند نفر از بچه‌های روزنامه همشهری جلوی منزل فکور خداداد حاضر بودند که فکور درب را باز می‌کند و مشهد رحمان بلافاصله می‌خواهد دست فکور را ببوسد که می‌گوید من کسی نیستم که ساک را پیدا کرده، اونهاش. علی خان را نشان می‌دهد. در ایوان ایستاده. بعد از تعارفات و تعریفات به داخل اتاق فکور رفتند و دور تا دور دیوار روی زمین نشستند و فکور با چای از آنها پذیرایی کرد و پس از صرف چای علی خان ساک را گذاشت جلوی مشهد رحمان و ازش خواست پولها را بشمارد که بچه‌های روزنامه به اتفاق گفتند این حرفا چیه؟ چرا ما رو خجالت میدید؟ اما علی خان اصرار داشت که پول شمرده شود و میگفت از قدیم گفتن پول را اگر هم پیدا میکنی باید بشمری. پس از شمارش پول و تعریف و تمجید از علی خان که به هیچ وجه زیر بار گرفتن مژدگانی نمی رفت، به اتفاق رفتند جلوی مغازه منوچهر کرمی و از علی خان در حالی که در تاکسی را باز کرده و می‌خواهد سوار شود چند عکس گرفتند و چند عکس هم از تاکسی. آقای منوچهر کرمی هم از این موقعیت استفاده کرد و وقتی تاییدیه گرفت سخنانش به عنوان مالک تاکسی چاپ شود به شرح زیر شروع کرد به سخنرانی. کرمی: من نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا را در مسجد با جماعت می‌خوانم. شبها هم تا پاسی از شب گذشته نماز شب می‌خوانم. درسته که من خودم به تصدیق تمامی اهل محل آدم درست و با تقوایی هستم، اما این مرد علی خان راننده همین تاکسی که من مالکش هستم با اینکه ندیدم یک بار در مسجد یا جای دیگری نماز بخواند، ولی من به عمرم آدم از این مرد شریفتر، درستکارتر و انسانتر ندیدم. من خودم باز داشت از خودش تعریف میکرد و کسی که صدایش را ضبط میکرد ضبط را خاموش کرد و گفت کافی است، خیلی ممنون، صفحه روزنامه بیش از این جا ندارد. خلاصه که پولها را مشهد رحمان گرفت و همگی خوشحال و شاد به طرف روزنامه حرکت کردند و فردا صبح در صفحه اجتماعی روزنامه همشهری یک صفحه بزرگ به قلم سردبیر مطلبی چاپ شده بود با عکس‌های علی خان و تاکسی که البته شماره پلاک تاکسی را هم عمدن مشخص کرده بودند که همین مسئله یک اشکال بزرگی برای علی خان به وجود آورد. چون روزی که ساگ را در صندلی عقب پیدا کرده و به خانه آمد، تاکسی را طبق معمول همیشگی جلوی مغازه منوچهر پارک کرد و سوئیچ را به منوچهر داد و رفت و مدت زیادی طول کشید تا دوباره برگشت. در عرض این مدت همان ابتدا منوچهر که با خانمی در میدان شاپور قرار گذاشته بود مغازه را به پادوی خود می سپارد و می گوید
مواظب تلفن باش. من تا 3-4 ساعت دیگه برمیگردم. اگر علی خان آمد بگو مواظب کار باشه تا من بیام. اما بعد از 5 دقیقه آمد و رفت پشت میز قرار گرفت و به پادو گفت منصرف شدم. کاری داشتم، گفتم بعداً انجام میدم. نخواستم علی خان را از کسب و کار بیاندازم. اما واقعیت چیز دیگری بود. آقا منوچهر دختر بچه‌ای را در خیابان لشگر زیر میگیرد و چون خیابان خلوت بود و امکان فرار مهیا، فرار را برقرار ترجیح میدهد و از صحنه میگریزد. بچه در جا فوت میکند و یک نفر هم شماره تاکسی را یادداشت میکند. حالا از روی عکس پلاک ماشین دستگیری علی خان آسان‌تر میشود و در فردای روزی که روزنامه با عکس و تمجید از راننده تاکسی منتشر شد، علی خان دستگیر و روانه زندان می شود و منیژه خانم تا تعطیلات تابستانی مدارس صبر می کند و سپس یک وانت پیکان می گیرد و اساس منزلش را درون آن ریخته. بچه ها را جلو کنار راننده جای می دهد و خود در اتاق بار کنار لوازم نشسته به نظرآباد کرج کوچ می کند و علی خان در پشت میله های زندان به امید آزادی آب خنک می خورد و منوچهر کرمی هم با خیال راحت به کسب و کار مشغول و پول روی پول می گذارد. البته بر تعداد نمازهای شبش افزوده است. پایان 31/1400. آوایبور.com. نام کتاب مسافران شهر هرت، نویسنده ف الف، ناشر نشر آوای بوف، سال انتشار 1400، گویش نسیم، ادیت فنی قاسم قرداغی، موضوع مجموعه داستان کوتاه، تهیه شده در کتابخانه اینترنتی آوای بوف. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام بستر خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمامی فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. آوایبور.com. نمایشنامه افطاری شب احیا. تشریح صحنه. سن از وسط با یک دیوار نامرئی به 2 قسمت تقسیم شده، از عمق تا اوان سن. طرف راست در انتها یک آشپزخانه اوپن با وسایل مدرن. جلوی آشپزخانه یک میز غذاخوری با 4 صندلی دیده می شود. در طرف چپ در انتها دیواری است با یک راه عبور و مرور که به وسیله چادر مانع دید داخل آن می شود، که آن قسمت حالت آشپزخانه یا پستو را دارد که روی دیوار سوراخی به قطر 30 سانت مشاهده می شود که از آنجا افراد می توانند داخل اتاق را مشاهده و یا چیزی را از آنجا به کسی که در اتاق است بدهند. کنار دیوار سمت چپ چند متکا قرار دارد که تکیه‌گاهی برای فرد نشسته می باشد. یک سفره ای روی زمین انداخته شده که چند تکه نان و 3 بشقاب ملامین و 3 استکان و نلبکی و یک قندان و یک نمکدان و با یک پارچه آب پلاستیکی و یک لیوان در آن مشاهده می شود. یک دختر بچه 8 ساله کنار سفره سرش را روی یک متکا گذاشته و دراز کشیده است. جلوی دختر با فاصله چند متر درست کنار دیوار نامرئی و پشت به طرف راست روی میز چوبی کوچکی یک تلویزیون 14 اینچ قرار دارد. وقتی پرده باز می شود، دختر بچه سرش را از روی متکا بلند می کند و می گوید ننه من خیلی تشنمه، میخوام یه قلوب آب بخورم. ننه از سوراخ دیوار: با خاک عالم، مادر یه خورده دندون رو جگر بذار، شب احیاسا تا حالا گرفتی، دم افطاره، یه چرت بزن الان دیگه افطار میشه. دختر بچه سرش را روی متکا میگذارد و زن یک سماور را آورده کنار سفره قرار میدهد.
میخوام برات یه تخم مرغ بپزم. نیمرو میخوای یا عسلی یا آبپز؟ دختر با بیحالی: نیمرو کن ننه، با کره بپز. ننه: کره هم کجا بود؟ با 2 قاشق روغن نباتی برات نیمرو میکنم چر به چپ، نوش جونت. کی بخوره از تو بهتر؟ میرود داخل پستو و به مرور سایر لوازم سفره را میآورد. در سمت راست خانمی در حال چیدن لوازم افطاری روی میز است که الیسان پسر بچه 15 ساله قبراق و شاد وارد می شود. الیسان: مامان چقدر مونده تا افطار؟ خیلی گرسنمه. مادر: چیزی نمانده، تا چشم به هم بزنی اذانو گفتن. بابات کجاست؟ الیسان: ماشاءالله از ظهر تا حالا جلوی کولر خوابیده، هنوزم خوابه. مادر: باید یواش یواش صداش کنیم. این ماه رمضان هم برای حاجی بهانه خوبی شده برای تنپروری و استراحت. خب مامان جان، سر افطار چی دوست داری برات تهیه کنم؟ الیسان: تازه میخوای درست کنی؟ مادر: نه عزیزم، هرچی بخوای برات سفارش میدم بیارن. چی رو درست میکنم؟ الیسان: راستش مامان من دنده کباب هوس کردم. میخوام امشب گاز بزنم به گوشتای دنده کباب. خیلی خوشمزه است. مادر: ای قربون پسرم، دنده کبابم سفارش میدم. صدای امیرعلی: یک جعبه هم زولیبیا بامیه سفارش بده، 1 ظرف هم حلیم. مادر: چیز دیگه ای نمیخوای حاج امیرعلی خان؟ امیرعلی: یه چیزایی هم خودمون داریم. راستی تخم مرغ منو امروز عسلی کن. مادر: به روی چشم. دیگه امری نداری حاج آقا؟ الیسان: مامان من میرم چند تا گیم بزنم، از آن که گفتن میام. مادر: باشه عزیزم، برو بازی تو بکن. امیرعلی وارد اتاق می شود. خیلی سخت بد مروت، 15 ساعته. چقدر مونده به اذان؟ خیلی گرسنه شدم. لامذهب این روزها خیلی بلند شده، تمام شدنی نیست. مادر: حاجی اینقدر شکایت نکن، امشب شب عزیزیه، شب قدره، چرا خرابش میکنی؟ شب رحلت حضرت مولا علی است. ای قربون اون مردانگیت علی جون. امیرعلی: خجالت بکش زن. اشاره به تماشاچیان: جلوی این همه آدم قربون مردانگی علی میری؟ بی حیا. مادر: مردانگی یعنی جوانمردی مولا، کجاش بده؟ تو چی فکر کردی؟ امیرعلی: خب از اول بگو قربون جوانمردیت یا علی، نه این که بگی قربون مردانگیت. نکنه تا حالا نفهمیدی مردانگی چیه؟ مادر: دست بردار حاجی، والا زشت این حرفا، من کنیز علی و فاطمه ام. میخوام سفارشاتو بدم، تو که دیگه چیزی نمیخوای. امیرعلی: دنده کباب چند سیخ میخوای سفارش بدی؟ مادر: خب 3 سیخ. امیرعلی: من 1 جوجه کباب استخوانی هم میخوام، اگر خودتان هم میخواید سفارش بدین. من مال خودمو به کسی نمیدم. من میرم به صورتم آبی بزنم و دست نماز بگیرم. مادر: باشه. گوشی موبایلش را به دست گرفته میرود در آشپزخانه، روی صندلی مینشیند و چیزهایی که لازم دارد را سفارش میدهد. ننه مرتب از داخل پستو لوازمی را آورده تو سفره میگذارد که صدای درب حیاط شنیده میشود. فاطمه زهرا بلند شو، بابات آمد. از اتاق خارج میشود و پس از چند لحظه به اتفاق کلب علی وارد میشود. کلب علی: این چرا خوابیده؟ ننه: تشنش بود، گفتم یه چرتی بزنه تا اذانو بگن. کلب علی: پس بگذار بخوابه، بیدارش نکن. ننه: کار چطور بود؟ خوب بود؟ کلب علی: شکر خدا، به اندازه‌ای که فردا اشکنه‌ای درست کنی رسیده. ننه: خسته نباشی مرد، برو آبی بزن به دست و صورتت، 1 بار وضو هم بگیر که چیزی به اذان نمانده. مرد از صحنه خارج می شود و صدای ربنای استاد شجریان از تلویزیون پخش می شود و پس از چند لحظه مرد در حالی که آستین‌های پیراهنش را بالا زده وارد می شود. کلب علی: فاطمه زهرا چه خوابی رفته؟ ننه: آخه میدونی چیه؟ من امروز رفتم منزل حاج مصطفی کار کردم. وقتی که نبودم تمام کارهای خونه رو این بچه کرد و خودشو خسته کرد. کلب علی: چند ساعت کار کردی؟ ننه: 3 ساعت. 2 ساعت که رفتم، 2 ساعتم طول کشید که برگشتم. کلب علی: پس 3 ساعت پول گرفتی؟ ننه: آره، میخوام برای فردا 3 سیر گوشت آبگوشتی بگیرم و چند تا تخم مرغ برای افطار لازمه که نداریم. کلب علی: باشه، دست درد نکنه، پس فردا آبگوشت میخوریم. دستهایش را رو به آسمان کرده. خدایا شکرت، 100,000 مرتبه شکر. زن میآید کنار سماور روبروی کلب علی مینشیند و همراه با او در حالی که دانه‌های تسبیح را میگردانند ذکر میگویند.
یا علی و یا علی و یا علی. ننه یا علی و یا علی و یا علی. صدایشان آرام و آرامتر می شود. در طرف دیگر صحنه امیرعلی وارد می شود که صدای زنگ آیفون پخش می شود. امیرعلی گوشی آیفون را برمی دارد. بیاید طبقه دوم. بله درسته. گوشی را می گذارد. خانم سفارشات رسید. خودت تحویل بگیر. صدای زنگ در آپارتمان شنیده می شود و امیرعلی در را باز می کند. 2 نفر پیک غذاها و سفارشات را آورده اند سلام می کنند. سلام خانم، همه سفارشات رسیده. بفرمایید بگذارید توی آشپزخانه. هر دو بسته هایشان را روی پیشخانه آشپزخانه می گذارند و خانم امیرعلی می آید و آنها را تحویل گرفته. پولش را با کارت پرداخت می کند و پس از رفتن 2 پیک حاجی الانه که اذانو بگن بیا کمک کن اینا رو بیاریم سر سفره. امیرعلی به اتفاق خانم غذاها را روی میز قرار می دهند. امیرعلی خانم خربزه قاچ کردی؟ مادر آره چند تا ملون قاچ کردم توی یخچاله. آنها را هم بیار سر میز. آهای الیسان بیا مادر الان اذانو میگن. الیسان وارد شده کنار پدرش پشت میز غذاخوری قرار میگیرد و اذان پخش می شود. امیرعلی بریز خانم بریز که یک چای بزنیم و رفع آتش کنیم. الیسان مامان من آب میخوام خیلی تشنم. مادر هرچی دوست داری پسرم. برای الیسان 1 لیوان آب میریزد. خب این هم کره عسل و این هم پنیر لیقوان. دیگه چی میخواید؟ این هم تخم مرغ عسلی. نوش جونتون. قبول باشه انشالله. امیرعلی دستهایش را رو به آسمان کرده. قبول حق باشه. اون دنده کباب الیسان بده بهش تا سرد نشده به دندون بگیره. الیسان شما دنده کباب نمیخورید؟ امیرعلی ما نه بابا اینا فقط مال توست. اینو باش به مال ما هم چشم داره. ما اول چند لقمه نون کره و پنیر بعد هم 1 پیاله حلیم میخوریم تا راه گلومون باز شه. بعد میریم سر دنده کباب و جوجه کباب. پس همه رو میخوریم پسر. تو هم چشت به مال خودت باشه نه مال ما. مادر چقدر مال ما میکنی حاجی؟ هر کی سهم خودشو میخوره دیگه. اگر شما سیر نشدین سهم من هم مال شما. همگی مشغول خوردن میشوند و در طرف دیگر صحنه ننه چای میخوری یا آب کلبلی آب خیلی تشنم فقط آب. ننه باشه نوش جونت. 1 لیوان آب به دست کلب علی میدهد و او لیوان را سر کشیده پارچه آب را میگیرد و 2-3 لیوان دیگر آب میریزد و مینوشد. کلبلی آخه قربون لب تشنت یا حسین. ننه برای خودش چای میریزد و مینوشد و سپس 1 لیوان آب نوشیده. راستی فاطمه زهرا رو بیدار کن افطار کنه. بچه خیلی تشنه بود. کلب علی چند بار بچه را تکان میدهد و صدا میکند فاطمه زهرا بلند شو بابا اذانو گفتن. بلند شو. نه خیر بدجوری خوابیده. ننه خب پس بذار بخوابه. تخم مرغشو بعدن حاضر میکنم. کلب علی مگه تخم مرغم داریم؟ ننه نه 3 تا بیشتر نداشتیم. 2 تاشو انداختم تو کله جوش یکی هم گذاشتم برای افطار فاطمه زهرا. به اتفاق کلب علی مشغول خوردن نان، پنیر و چای شیرین میشوند. برای سحری 1 کله جوش دبش بار گذاشتم. اگر گرسنه‌ای میخوای 1 پیاله برات بیارم. برای سحر 1 خورده آبشو اضافه میکنم. کلب علی نه همون سحر میخوریم که تا فردا نگرمون داره. پس از قدری بازی در سکوت من میرم نماز بخوانم. بعدش میریم مسجد احیا بگیریم. فاطمه زهرا رو بیدار نکن تا خودش بیدار شه. از اتاق به پستو میرود. امیرعلی در حالی که روی شکم گنده‌اش دست میکشد و چند قاچ ملون را با چنگال در دهان میگذارد و هر بار میگوید آخیش دارم خفه میشم. این بد مروت چقدر شیرینه. به به خوردی خانم؟ مادر بله همه چیو خوردن. شما خیالت راحت باشه به خودت برس. امیرعلی باز چند تکیه دیگر ملون میخورد. ببین خانم شما برید نماز بخوانید. من همینجا روی زمین 1 درازی میکشم تا شما حاضر شید بریم مسجد برای احیا گرفتن. خانم بد جوری دارم خفه میشم. خیلی خوردم. از روی صندلی بلند میشود و 2 کوسن صندلی را زیر سرش میگذارد و روی زمین دراز میکشد و مادر و الیسان از صحنه خارج میشوند. در طرف دیگر کلب علی وارد میشود. کلب علی این بچه هنوز خوابه. چرا بیدار نشده؟ ننه از سوراخ پستو نه من ظرفا رو میشستم حواسم نبود. بیدارش کن گناه داره. کلب علی کنار فاطمه زهرا می نشیند و او را ابتدا صدا می کند. وقتی جواب نمی دهد قدری تکانش می دهد. فاطمه زهرا پاشو بابا پاشو. دستش را روی پیشانی او می گذارد که ناگهان دستش را می کشد و با ناراحتی خانم بیا ببینیم بچه چه شده.
سرش خیلی سرده، گویا ضعف کرده. ول کن اون 2 استکانو. ننه سراسیمه آمده کنار فاطمه زهرا می نشیند. او هم دست و بدن دخترش را لمس می کند. بدنش خیلی سرده، چرا حرف نمیزنه؟ کلبلی برو زنگ بزن به اورژانس. پاشو برو سر کوچه زنگ بزن، حتما ضعف کرده. بچه خیلی تشنش بود. کلب علی با ناراحتی و نگرانی بلند می شود و از صحنه خارج می شود. زن بچه را بغل می کند و مرتب می بوسد و صدایش می کند. اما جوابی نمی شنود تا اینکه کلب علی به اتفاق یک خانم محجبه‌ای وارد می شوند. ننه زنگ زدی؟ کلب علی آره، این خانم تو بیمارستان کار میکنه. وقتی فهمید مشکل ما چیه آمده اگر بتونه کمک کنه. حالا برو کنار بگذار خانم فاطمه زهرا رو ببینه. پرستار سلام خانم، ناراحت نباشید، انشالله چیزی نیست. ننه سلام خانم، خدا خیرتون بده. پرستار به طرف فاطمه زهرا می رود. میشه بفرمایید چه اتفاقی براش افتاده؟ ننه هیچی خانم، 10 دقیقه به افطار مانده. گفت ننه خیلی تشنم، میشه یه قلوب آب بخورم؟ منم گفتم نه مادر، یه خورده دندون رو جگر بذار، 10 دقیقه دیگه افطاره. شب رحلت حضرت علیه، خوبیت نداره روزتو باطل کنی. قبول کرد و خوابید تا همین حالا. هر چی صداش میکنیم بلند نمیشه، تنش هم خیلی سرده. پرستار پس از معاینه فاطمه زهرا از کیفش یک آینه دستی کوچک در میآورد و جلوی دهن بچه میگیرد و سپس میبخشید. خدا صبرتون بده. من فکر میکنم طفل معصوم تموم کرده. خدا کنه اینطور نباشه. صبر کنید تا اورژانس بیاد. ننه تمام کرده یعنی چی؟ پرستار خدا بهتون صبر بده. تو رو به خدا تو این شب عزیز زیادی بیتابی نکنید، خوبیت نداره. کلب علی این حرفا چیه خانم؟ اگر اینطور باشه خدا خودش داده بود و خودش هم گرفته. تو کار خدا که نمیشه دخالت کرد، حتما حکمتی داشته. پرستار آفرین به این اعتقاد، آفرین بر شما. ننه بله خانم، اگر بچم از دست ما رفته باشه سعادتی داشت، در چنین شبی رفت اون دنیا. پرستار بر شما هم آفرین، 100 آفرین بر شما مادر فهمیده. ننه خدا را شکر در چنین شب عزیزی به ملکوت اعلا رفت پیش خود مولای متقیان، رفت که کنیز آقا بشه. کلب علی الهی آمین. ننه انشالله صیغه آقا بشه. کلب علی این چه حرفیه که میزنی؟ ننه بهت برخورد؟ غیرتت جریحه دار شد؟ از خدا بخواه صیغه علی ابن ابی طالب بشه، باید افتخار کنی. پرستار بله آقا، صیغه امام شدن افتخار داره، تازه تو اون دنیا پارتی شما هم میشه. ننه به خدا خانم، اگه این فاطمه زهرای من بتونه نظر حضرت علی علیه السلام رو جلب بکنه، حتی اگر بدون صیغه هم باهاش باشه، من خدا رو شکر میکنم و برای اینکه این اتفاق مبارک بیفته براش نذرم میکنم. کلب علی چرا چرند میگی زن؟ این بچه فقط 8 سال داره، برای چی باید نظر مولا رو به خودش جلب کنه؟ ننه برو خجالت بکش مرد. عایشه هم 7 سالش بود که ابوبکر 2 دستی به حضرت محمد تقدیمش کرد، یعنی تو از ابوبکر بالاتری؟ پرستار آقا خب ایشان راست میگه، در این مورد حق با خانمه. کلب علی شاید حق با ایشان باشد، اما ننه تو حرف کلب علی میآید. اما او ولی نداره، من میرم قرآن بیارم تا بالای سر دخترم قرآن بخوانم. از اتاق به پستو میرود. پرستار آقا ببخشید، زیاد سر به سر خانم نگذارید، مادره، دلش سوخته، هرچی میگه عیبی نداره، شاید به این وسیله میخواد خودش رو راحت کنه. ننه با یک قرآن وارد می شود و در بالای سر فاطمه زهرا می نشیند و کتاب را باز کرده شروع به خواندن می کند. آیه 49 سوره احزاب. یا ایها النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتی آتیت اجورهن تا الی آخر. تصادفاً از تلویزیون هم این آیه با ترجمه پخش می شود. ای پیغمبر گرامی، ما زنانی را که مهرشان ادا کردی بر تو حلال کردیم و نیز کنیزانی را که به غنیمت خدا تو را نصیب کرد ملک تو شد و نیز دختران عمو و دختران عمه ها و دختران خاله هایت را، آنها که با تو از وطن خود هجرت کردند، و نیز زن مؤمنه ای را که خود را به رسول بی شرط مهر ببخشد و رسول هم به نکاحش مایل باشد که این حکم مخصوص توست دون مؤمنان. ترجمه که تمام می شود. ننه بفرما کلب علی خان، زنان مؤمنی که بدون مهر خودشان را به پیغمبر ببخشند، یعنی دختر ما نمیتونه و حق نداره خودش رو به مولا علی ببخشد؟ کلب علی این آیه مخصوص پیامبر نازل شده، نه کس دیگری، حتی برای امام ها هم نیست. ننه
پیامبر که زنانی با صیغه موقت نداشت. خب امام‌ها هم برای اینکه این آیه شامل حالشون بشه صیغه موقت را درست کردن. هر زنی بخواد به میل خودش صیغه امام میشود. صدای زنگ در شنیده میشود. کلب علی: خیلی خوب بابا، من که حریف تو نمیشوم، مثل اینکه آمدن. برای در باز کردن بیرون میرود. پرستار: خانم شما زیاد ناراحت نباش، شاید کنیز خانم فاطمه زهرا بشه. ننه: آخه امشب شب مولا علی است، من به دلم برات شده اگر کنیز بشه کنیز مولا میشه. 2 نفر امدادگر به اتفاق کلب علی وارد میشوند و بلافاصله بالای سر دختر رفته او را معاینه میکنند و بازی در سکوت ادامه دارد. صدای مادر علیسان از خارج سن: علیسان برو باباتو بیدار کن، بگو راه بیفته، دیر میشه، قرآنها رو سر میگیرن. علیسان وارد اتاق شده بالای سر پدر می رود و امیرعلی را صدا می کند، ولی هر کاری می کند او بیدار نمی شود. چکی به صورت پدر می زند، باز امیرعلی حرکتی نمی کند. علیسان: مادر بابا بیهوش شده، بلند نمیشه. مادر سراسیمه وارد می شود و بالای سر امیرعلی می رود. هرچقدر صدایش می کند و تکانش می دهد بیدار نمی شود. مادر: علیسان به اورژانس زنگ بزن، شرایط پدرتو بگو. بلند می شود، لیوانی آب آورده به صورت امیرعلی می پاشد و علیسان در انتهای اتاق با تلفن به حالت بازی در سکوت مکالمه می کند. در طرف دیگر صحنه یکی از امدادگران در حال مکالمه تلفنی است. امدادگر دوم: خانم متاسفانه تمام کردن، کاری از دست ما بر نمیاد، باید اجازه بگیریم ببریمش پزشک قانونی که البته همکارم داره کسب تکلیف میکنه. امدادگر اول پس از پایان مکالمه: میبریمش پزشک قانونی، من میرم برانکاردو بیارم. از صحنه خارج میشود و تلفن امدادگر دوم زنگ میخورد که امدادگر مشغول صحبت میشود. امدادگر دوم: پس آدرس را برام بفرستید. آره، ما ابتدا میریم سردخانه و بعدش میریم به آدرسی که میفرستید. تلفنش که تمام میشود امدادگر اول با یک برانکارد وارد میشود و بچه را داخل آن گذاشته ملافه‌ای روی آن میکشند و با گفتن لا اله الا الله از صحنه خارج میشوند و این قسمت سن تاریک میشود. مادر: چی گفتند علیسان: همین الان میان، ناراحت نباش مامان. یعنی چه شده؟ مادر: نمیدونم، خودت که دیدی صحیح و سالم بود. علیسان: پس چرا تکان نمیخوره؟ مادر: چی بگم، من که دکتر نیستم. صدای زنگ آیفون شنیده می شود و علیسان با کلید آیفون در را باز کرده و سپس در اتاق را هم باز می کند و همان امدادگران وارد می شوند و امدادگر اول بالای سر امیرعلی می رود و مشغول معاینه او می شود. امدادگر دوم: میشه بفرمایید چطور شد که به این حال افتادند؟ مادر: والا هیچ اتفاق ناگواری نیفتاد. روزه بودن، وقتی افطار شد ابتدا 1 استکان چای خوردند و 1 لیوان آب و مقداری کره، عسل، نان و پنیر با چای شیرین و 1 کاسه هم حلیم با عسل و بعدش هم 1 سیخ دنده کباب و 1 سیخ هم جوجه کباب را تا آخر خوردند و بعد هم 10-20 تا زولبیا و بامیه و به اندازه 1 عدد ملون هم خوردند. امدادگر اول: مطمئن هستی چیز دیگری میل نکردند؟ مادر: من همینو دیدم، حالا اگر بعداً آجیلی چیزی خورده من نمیدونم. امدادگر اول: متاسفانه خانم از پرخوری حاجی تمام کردن، ما ایشان را هم مجبوریم ببریم پزشک قانونی، شما برو برانکاردو بیار. مادر: ها؟ شما چی گفتید؟ امدادگر: خدا بهتون صبر بده، حاجی در شب عزیزی فوت کردند. این قسمت سن هم تاریک می شود و پرده بسته می شود. پایان. 5/2/1400. AvoyeBook.com. نام کتاب: مسافران شهر هرت. نویسنده ف الف. ناشر نشر آوای بوف. سال انتشار 1400. گویش نسیم. ادیت فنی قاسم قرداغی. موضوع: مجموعه داستان کوتاه. تهیه شده در کتابخانه اینترنتی آوای بوف. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام بستر خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست
و تمامی فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود. لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. آوایبود.com خواستگاری در خیابان فرمانیه سابق یا لواسان غربی فعلی به طرف غرب سمت راست خیابان یک ساختمانی است با دیوارهای بلند و درب آهنی بزرگ بسیار شیک که دارای پلاک شماره 181 می باشد. در خیابان پشتی کوچه است که درب چوبی بسیار قدیمی ضلع شمالی عمارت در آن قرار دارد که محل رفت و آمد باغبان و خانواده‌اش می باشد. این عمارت متعلق به آخرین نخست وزیر رژیم پادشاهی سابق ایران یعنی شاپور بختیار است که از آن زمان تا کنون توسط مالک جدیدش آقای سردار حاج رحمان رزمنده تغییرات عدیده‌ای کرده است. وقتی حاج رحمان این ملک را که توسط بنیاد مستضعفان به نفع کوخنشینان از مالک طاغوتیش که فراری هم شده بود مصادره کرده بودند، به مبلغ ناچیزی و آن هم به صورت اقساط طویل المدت خریداری کرد و برای اینکه نمیخواست ساختمان را به همان صورت و وضعیت نگهداری کند، تغییرات اساسی و عمده‌ای را در ساختمان به وجود آورد، به طوری که حتی کسانی که قبلا آن را دیده بودند نمی‌توانستند باور کنند این همان عمارت مسکونی زنده یاد شاپور بختیار است. برای اینکه از جیب مبارکش هزینه ای را متقبل نشود، یک قسمت از زمین شمالی ساختمان را به مبلغ گزافی فروخت و با 1/5 پول به دست آمده ساختمان را به طور کلی به شکل دیگری درآورد. در جلوی عمارت قدیمی حوض بزرگی بود که ماهی‌های قرمز در آن شناور بودند. آن حوض را تبدیل به استخر روباز کرد و عمارت قدیم با معماری زمان رضاشاهی را تبدیل به یک ساختمان مدرن 3 طبقه کرد با پله‌هایی از 2 طرف درب ورودی عمارت به طبقات بالا و برای اینکه اهل بیت بتوانند به راحتی در استخر شنا کنند، دیوارهای مشرف به خیابان را آنقدر بالا برد که عمارت به صورت دژی نظامی درآمد. اما از آنجایی که در قسمت زمین فروخته شده شمال ساختمان برجی بلند ساخته شده بود، دیگر استخر برای سردار حاج رحمان رزمنده و اهل بیت غیر قابل استفاده بود. لذا در همان قسمت شمال حیاط یک بنای جدیدی ساخت با استخر سرپوشیده و سالن ورزشی و مکانی وسیع برای برگزاری جشن و مهمانی. و اما در قسمت جنوبی شرقی یک اتاق 3x3 و یک اتاق کوچک دیگر که ازش به صورت آشپزخانه استفاده می شود و یک توالت در کنار هم دیده می شود که نزدیک 70 سال از عمرشان می گذرد. اینجا محل زندگی کلب علی رعیت‌زاده و خانمش عالیه دلشادی است که البته هر سال بعد از تعطیلی مدارس یکی از بچه‌های برادرش برای مدت 2-3 ماه از روستای ارمند شهرستان خان میرزای 4 محال بختیاری به تهران و پیش عمویشان می آمدند که امسال این قرعه به نام گلنار دختر 13 ساله‌ای که کلاس 6 دبستان را تمام کرده افتاد و از 1 ماه پیش در همین منزل با عمو و زنمویش که بچه‌ای ندارند زندگی می‌کند. کلب علی یک بار در سالهای خیلی دور به دلایلی که برای ما روشن نیست با آقای شاپور بختیار همسفر می شود و آقای بختیار برای انجام مأموریتی به مشهد می روند و از آن تاریخ به بعد به خاطر زیارت امام رضا که بدین شکل او را طلبیده بود کلب علی نام خودش را مشهد علی می گذارد. مشهد علی پس از کلنجارهای بسیار با آقای سردار حاج رحمان رزمنده و مسئولین بنیاد مستضعفان توانست خودش را که سالیان سال زحمت باغبانی عمارت را در سرما و گرما یک تنه کشیده و جوانیش را پای درختان سر به فلک کشیده و گلبوته های باغ گذاشته بود تحمیل کند و در همان بنای قدیمی ماندگار شود.
چون به جز این کار هم کار دیگری نمیتوانست انجام دهد. حال که خودش و خانمش پیر و فرتود شده بودند، کجا میتوانستند بروند و چه اندوخته‌ای داشتند که با آن زندگی جدیدی را شروع کنند. برای همین آنچنان جانانه جنگید تا توانست آشیانه و کارش را حفظ کند. و اما آقای حاج رحمان رزمنده، مالک فعلی ساختمان آقای شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر رژیم پادشاهی را بهتر است یک قدری بیشتر بشناسیم. ایشان به نام رحمان گداعلی معروف بودند که البته گداعلی نام خانوادگی ایشان بود و آقای رحمان از این نام خانوادگی اصلاً خوششان نمی آمد که هیچ، برایش باعث سرافکندگی هم بود. آقای رحمان گداعلی که در عملیات کربلای 4 یکی از فرماندهان سپاه بود و در عملیات کربلای 5 مجروح جنگی شدند، تا پایان جنگ دیگر به جبهه نرفتند و مهمترین کاری که در این دوران انجام دادند تغییر نام خانوادگی از گداعلی به رزمنده بود. و چون به حج نیز مشرف شدند، از آن پس به عنوان سردار حاج رحمان رزمنده شناخته و خوانده شدند. سردار حاج رحمان رزمنده یک دوره نماینده مجلس شورای اسلامی و سپس وزیر جهاد و سازندگی و بعد از آن هم وزیر کشاورزی بودند. اما پس از دوران وزارت کشاورزی پست معاونت وزارت خارجه را به عهده گرفتند و فعلا نیز در این سنگر انجام وظیفه می کنند. حاج رحمان یک بار به خاطر عملکردش در وزارت امور خارجه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد استیضاح قرار گرفت که اتفاقاً یکی از نمایندگان در مقام مخالفت با حاج رحمان چنان خطابه ایراد کرد که احساس می شد حاجی با رأی عدم اعتماد نمایندگان روبرو شود. این نماینده پس از مطرح کردن چندین فقره اختلاس‌های کوچک و بزرگ و افشای چندین حساب ارزی ایشان در بانک‌های آمریکایی و مطرح نمودن اینکه اکثر سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران را در خارج تیول شخصی خود و بستگان دور و نزدیکش کرده، چنین ادامه داد: آقایان، چون دیگر از بستگان و اقوام حاج رحمان کسی بیکار نمانده، نوبت استخدام همشهری‌ها و آشنایان رده‌های خیلی دور رسیده است. تمام کسانی که با حاجی مختصر آشنایی داشتند همگی در سفارتخانه‌های ایران در کشورهای مختلف مشغول کار شدند. آنها در سفارتخانه‌های ایران مشغولند، نه به خاطر لیاقت و شایستگی و یا دارا بودن دانش و سواد لازمه. خیر، ای کاش چنین بود. یک فقره اش را عرض می کنم. پسردایی زنموی ایشان در سفارت ایران در پایتخت یکی از کشورهای آمریکای لاتین به عنوان وابسته فرهنگی ایران مشغول خدمت هستند. حتما می پرسید اشکال چیست؟ آقایان، فکر می کنید این فرد دارای چه مدرک تحصیلی هستند و از چه دانشی برخوردار است؟ این آدم انسان را به یاد مرحوم کردان می اندازد که با مدرک تحصیلی سیکل اول دبیرستان در دانشگاه تدریس می کرد. اما مرحوم کردان از هوش و استعداد بالایی برخوردار بود، ولی این شخص که مثل کردان بیشتر از 9 کلاس درس نخوانده، آنچنان کم هوش و گیج و گنگ است که هرچه سعی کردند مدرک تقلبی برایش تهیه کنند دیدند فایده ای ندارد، چون به راحتی بیسوادیش را لو می دهد. باورش سخت است، اما اگر باور نمی کنید بروید تحقیق کنید. من نام این فرد را از پشت این تریبون اعلام نمی کنم تا یک وقت نگویید آبروی نظام را به باد دادم، یا یک وقت نگویید چرا با آبروی مسلمانی بازی کردم. آقایان، من شخصا در وزارت خارجه خدمت سردار حاج آقا رحمان رسیدم و یک بنده خدایی که دارای مدرک فوق لیسانس حقوق سیاسی بود را جهت استخدام در وزارت خارجه به ایشان معرفی کردم. فکر می‌کنید چه پاسخی شنیدم؟ ایشان فرمودند کادر خدماتی اینجا مدرک لیسانس دارند. داشتن مدرک فوق لیسانس دلیل استخدام افراد در وزارت خارجه نمی شود. حال من از شما 2 سوال دارم سردار حاج رحمان رزمنده. 1. در وزارتخانه‌ای که کادر خدماتی آن یعنی آبدارچی و نامه‌رسان مدرک لیسانس دارند، شما خود چه مدرک تحصیلی دارید که پست معاونت وزارت خارجه را اشغال کرده اید؟ 2. پسردایی زنموی خانم شما و سایر بستگان و خیشان شما که در خارج مشغول خدمت به این مملکت هستند چه مدرک تحصیلی دارند؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پس از سخنان این نمایندگان باید تصمیم می گرفتند تا با رأی خود
حاج رحمان را معزول و یا ابقا نمایند که البته با اکثریت آرا بدون حتی یک رأی مخالف حاج رحمان در پست خودش ابقا شد. حتی همین نماینده به ایشان رأی مثبت داده بود. بعد از این ماجرا دیگر هیچ گونه مسئله‌ای تا امروز برای حاج رحمان پیش نیامده بجز اینکه امروز قرار است مهمانانی خدمت حاجی برسند و از یگانه دختر و یکی دانه اش خواستگاری نمایند. در رأس ساعت 6 بعد از ظهر یک اتومبیل ایکس4 جلوی درب پلاک 181 توقف می‌کند و قبل از اینکه آقا مسیب که در صندلی جلو کنار پسرش ابوالفضل نشسته از ماشین پیاده شود و زنگ در را به صدا درآورد، یک نفر از ساختمان بیرون آمده به کنار اتومبیل و آقا مسیب میآید و میپرسد چه فرمایشی دارید؟ و آقا مسیب جواب می‌دهد با جناب سردار حاج رحمان رزمنده قرار داریم در این ساعت خدمت ایشان برسیم. نگهبان: شما؟ مسیب: من مسیب جعفرآبادی هستم. این آقا هم پسرم ابوالفضل و این خانم هم همسرم هستند. باز هم باید توضیح بدهم؟ نگهبان: خیر، میبخشید، به خاطر حفاظت و رعایت ایمنی مجبوریم سوال کنیم. خیلی آهسته بفرمایید داخل و جلوی اتاق نگهبانی چند لحظه‌ای توقف کنید. ابوالفضل خان همانطور که مأمور حفاظت گفته بود آهسته وارد باغ شد و جلوی ساختمان نگهبانی مجاور در توقف کرد تا یکی از محافظین ساختمان با دستگاهی که روی زمین کشیده میشد را به زیر اتومبیل هدایت کند تا گویا زیر اتومبیل را کنترل نماید که مبادا بمبی یا مواد منفجره‌ای زیر آن کار گذاشته باشند. و پس از یک کنترل دقیق اجازه حرکت را به آقا ابوالفضل داد و گفت می توانید جلوی در عمارت پارک کنید. ابوالفضل و آقا مسیب که بسیار شگفت زده شده بودند با نگاهی به یکدیگر اتومبیل را به جلوی عمارت برده و پس از پارک از آن پیاده شدند و از قسمت پشت ماشین دسته گل بزرگ و بسیار زیبایی را برداشته به طرف ساختمان حرکت کردند. در بالای پله‌ها جلوی درب ورودی سردار حاج رحمان رزمنده به استقبال آنها آمد و پس از سلام علیکم مختصری تعارفات معمول با راهنمایی سردار وارد ساختمان و سپس سالن پذیرایی شدند که در هر گوشه آن یک ست کامل مبلمان به چشم می‌خورد، به طوری که انسان احساس می‌کرد وارد یک نمایشگاه فروش مبل و صندلی شده. پس از اینکه سردار و مهمانان در جاهای خود مستقر شدند، خانم سردار با چادر مشکی ترمه‌ای که به سر کرده بود وارد سالن شدند و همگی جلوی پای ایشان بلند شده و پس از ادای احترام دوباره بر روی مبل‌ها نشستند و پس از مختصر حال و احوال آقا مسیب رشته کلام را به دست گرفتند و چنین صحبت کردند. مسیب: بسم الله الرحمن الرحیم. از هرچه بگذریم سخن دوست خوشتر است. پس صلوات بر محمد و آل محمد. داخل پرانتز همگی با صدای بلند صلوات می‌فرستند. خدا را شکر که ما مسلمان هستیم و پیرو دین خدا و بر اساس فرمایشات حضرت رسول و دستورات کتاب آسمانی و سنت پیغمبر عظیم الشأن اسلام عمل می‌کنیم. یکی از سنت‌های رسول الله ازدواج است که فرموده دختران و پسران را به عقد همدیگر درآورید و روایت از ایشان است افراد مجرد چه مسلم و چه مسلمه تا زمانی که مجرد هستند هر وقت پای روی زمین می‌گذارند زمین به آنها نفرین می‌کند. پس بهتر است هر زمان که نماز بر آنها واجب شد آنها را به عقد هم درآورید. حاج آقای عزیز، سرکار خانم محترم، ما امروز خدمت رسیدیم تا صبی گل شما را طبق وظیفه شرعی که داریم برای پسرمان ابوالفضل خان خواستگاری کنیم و آنها را از این حالت مجردی درآوریم و انشاءالله که با نظر موافق شما این دو کبوتر به لانه‌های عشق خودشان خواهند رفت. سردار حاج رحمان: میبخشید، شما بدون مقدمه چینی رفتید سر اصل مطلب. خوشم آمد، اما دوست عزیز، من یگانه دخترم را مطابق شرایط امروزی یعنی هرچه که مد روز است تربیت کردم و امروزه ایشان خانمی است تحصیل کرده و مطابق مد چنانچه حضرت امیر فرمودند بچه هایتان را مطابق شرایط روز تربیت کنید.
ما امروزه در 1400 سال پیش زندگی نمی کنیم. در آن روزگاران با الاغ، شتر و اسب به مسافرت می رفتند. امروزه با هواپیماهای غول‌پیکر، کشتی، ترن و اتومبیل به سفر می روند. آن روزها زنان را در اندرونی نگاه می داشتند. ما امروز دخترانمان را به مدرسه و دبیرستان و دانشگاه می فرستیم. نیاز امروز تحصیل زن و مرد است، در صورتی که تحصیل برای مردم در گذشته زیاد مهم نبود. جوامع بشری خیلی تغییر کرده، اصلاً با گذشته قابل قیاس نیست. ما دیگر نمی توانیم رفتار و کردار گذشتگان را الگوی خود قرار دهیم. ابوالفضل که از سخنان سردار قدری ناراحت شده بود، بیش از این نتوانست جلوی خودش را بگیرد. سکوت را شکست و با یک ببخشید شروع کرد به صحبت. ببخشید سردار، به خاطر روشن شدن خودم عرض می کنم. پس چرا شما طبق همان سنت‌های 1400 سال پیش به مکه مشرف می شوید؟ آن هم باید منسوخ شده باشد. سردار: آفرین پسر، آفرین، سوال خوبی کردی و من هم صادقانه جواب می دهم. اولا مناسک حج سنت نیست و جزو فروع دین است. دوما این اعمال برای بعضی افراد برکت و سود زیادی دارد، گویا اینکه یک نفع یکسانی به همه می رساند. همه بعد از زیارت خانه خدا ملقب به حاجی می شوند. و اما سوما من هم عقیده دارم خداوند بت نیست که احتیاج به خانه داشته باشد. در گذشته بت‌ها که ساختی دست خود بشر بود و غالباً از سنگ و چوب و گل بود، در مکانهایی قرار می‌دادند که مسقف بود تا در اثر باران، تابش اشعه خورشید و باد و طوفان صدمه نبیند و آن محل‌ها را که دارای 4 دیوار هم بود بتخانه می‌گفتند. اما خدا که بت نیست تا احتیاج به خانه داشته باشد. بله، آنجا یعنی مکه با همه داستانهایی که برایش تعریف می کنند نمی تواند خانه خدا باشد. و در ضمن کی فکر می کرد در ایام حج مکه چنین جمعیت انبوهی را برای اجرای مناسک حج به خود می بیند. آن زمان تعدادی گوسفند یا شتر ذبح می شد و بین فقرا و اقوام و قبیله تقسیم می شد. اما حالا میلیون‌ها گوسفند و گاو و شتر زبان بسته کشته می شود و لاشه هایشان زیر خاک می رود و اسمش هم گذاشته می شود عید قربان. این چگونه عیدی و این چگونه خدایی است که باید در یک روز چنین رودخانه‌ای از خون حیوانات برایش جاری شود؟ بله، شاید من هم قبول نداشته باشم، اما باید به فروع دین بدون سوال عمل کنیم. اما در مورد سنت ها چطوره؟ مثلا اگر بخواهید طبق سنت لباس بپوشیم، اکنون باید چیزهای دیگری به تن داشته باشیم. یا اگر بخواهیم طبق سنت بجنگیم، باید امروز هم شمشیر به دست بگیریم. منزل و اساسیه کدام یک از ما همان چیزی است که رسول الله داشته. پس طبق سنت نمی شود عمل کرد و عمل به سنت اجباری نیست. چنانچه امام موسی کاظم یکی از دخترانش را هم شوهر نداد و گفت دختران من حق ندارند ازدواج کنند. و یا از همه مهمتر رسول الله فرمودند بعد از رحلت من زنانم حق ندارند دوباره همسری اختیار کنند. اگر بخواهیم طبق سنت پیامبر عمل کنیم، هیچ زنی که شوهرش مرد تا پایان عمر حق ازدواج مجدد را ندارد. ابوالفضل: بنده که شیفته فرمایشات و جسارت جناب عالی شدم و احساس می کنم چنان جذب شخصیت و دانش شما شدم که دوست دارم به عنوان چاکر و نوکر شما در خدمتتان باشم. سردار: شما جوانها نور چشم ما هستید. ما شما را برای کارهای بزرگ تری لازم داریم. مسیب با خوشحالی و شعف: چه کارهایی سردار؟ سردار: خدمت در راه خدا، جانبازی برای خدا. شما فکر می کنید جوانانی که در سرزمین‌های کفار دست به عملیات نظامی و چریکی می‌زنند و خودشان را همراه با کفار با یک حرکت شجاعانه در راه خدا شهید می‌کنند چه کسانی هستند؟ همین افراد روشندلی که با چند کلام حرف حق شیفته و از خود بی خود می‌شوند. ابوالفضل: خلاصه سردار، بدون تعارف بنده در هر صورت که شما بفرمایید آماده خدمت هستم. سردار:
مشخص است من شما را به خوبی درک می کنم، اما برویم سر اصل مطلب. من وقتی می گویم دخترم را طبق شرایط روز تربیت کردم، خواستم شما بدانید به خواستگاری چه شخصی آمده اید. دختر من لیسانسش را از دانشگاه تهران گرفته، اما به علت بازیگوشی هنوز نتوانسته فوق لیسانسش را بگیرد. البته آن را هم وقتی فرستادمش آنور آب خواهد گرفت. اکنون در وزارت خارجه مشغول خدمت هستند و پست و حقوق خوبی دارند، زیرا پای دختر من یک اتومبیل مازراتی است. خانه و زندگیش را هم که می‌بینید. شما چه چیز بهتر می توانید به او بدهید؟ البته چون من خیلی امروزی فکر می کنم و مثل همه انسانهای متمدن عمل می کنم، انتخاب و حرف آخر را به عهده خودش می گذارم، در صورتی که موافقت کند. من آن وقت با شما حرفهای دیگری دارم. مسیب: قربون دهان مبارکت سردار، ما هم بیگدار به آب نزدیم. البته همانطور که حتما اطلاع دارید، حاج حبیب الله از پیش مسلمانان، بزرگ بازار ایران و رئیس اتاق اصناف و بازرگانی جناب عالی را به ما معرفی کردند. از آنجایی که بنده و بنده زاده و شما را به نیکی می شناختند به من فرمودند اگر می خواهی پسرت خوشبخت بشه و عروسی داشته باشی که باعث افتخار و سربلندی خانواده‌ات بشود، برو خواستگاری دختر سردار حاج رحمان رزمنده. من هم سفارشت را می کنم. اگر شانس بیارید و شما را قبول کند، زندگی پسرت از این رو به آن رو خواهد شد. سردار: پس شما به خاطر بوی کباب تشریف آوردید؟ مسیب: اختیار دارید سردار، ما خودمان از لحاظ مادی چیزی کم نداریم. خیلی ها هم چون ما که آرزوی وصلت شما را داریم، آرزوی وصلت با ما را دارند. ما وصف گل و بوی عطر گل را شنیدیم، گفتیم خدایا به امید تو اگر قسمت باشد و خواست تو شاکریم و دعاگو، اگر هم قسمت ما نباشد آرزوی سلامتی و پایداری برای این خانواده محترم داریم. خانم سردار: میبخشید حرفای آقایان خیلی به دراز کشیده شد. اگر اجازه بفرمایید بگم چای و میوه بیاورند تا گلویی تازه کنید. حاج رحمان: اجازه بفرمایید خانم، حالا که یک قدری خودمانی شدیم، من یک مطلب دیگر هم خدمت دوستان عرض کنم، بعدن هر چه شما بفرمایید همان می شود. خانم سردار: بفرمایید حاج آقا. سردار: این چیزی که عرض می کنم خارج از محدوده است. این خانم من قبلا خیلی طاغوتی بود. البته ایشان هم مطابق شرایط روز خودشان بزرگ شدن. وقتی ما بچه دار شدیم، از آنجایی که ایشان مرحوم سوسن خواننده را خیلی دوست داشت، اسم دخترمان را گذاشت سوسن که ما سوسو صداش میکنیم. البته هنوز هم خاطرخواه سوسنه. بگو اون شعر معروف سوسن چی بود؟ خانم سردار: ای وای، خدا نکشتت سردار، این حرفا چیه که میزنی؟ همه میدونن که عاشقی کار دل، گناه من نیست، تقصیر دل. خوب شد، حالا اجازه میدید بگم از مهمانا پذیرایی کنند؟ سردار: بفرمایید، اجازه ما هم دست شماست. خانم سردار: با اجازه. از جایش بلند می شود و از سالن خارج شده. پس از چند لحظه به اتفاق خدمتکاری وارد شده سر جایش می نشیند و خدمتکار یکی یکی بشقاب میوه شامل موز، زردآلو، سیب و خیار با یک پیش دستی و کارد و چنگار روی میز عسلی جلوی میهمانها می گذارد و سپس یک ظرف شیرینی را جلوی آنها گرفته هر کدام یک نان شیرینی را در پیش دستی خود می گذارند. ببین، به سوسو بگو خودش چای بیاورد. خدمتکار با گفتن چشم از سالن بیرون می رود و پس از مدتی که مهمانها مشغول پوست کندن سیب و خیار خود بودند، سوسو با یک سینی چای در حالی که 7 قلم آرایش کرده بود وارد می شود و آقا مسیب و خانمش و ابوالفضل جلوی پایش بلند می شوند و به او سلام می کنند. سردار: بفرمایید خواهش می کنم. مهمانها سر جای خود نشسته و از دست سوسو چای می گیرند و پس از اینکه سوسو در کنار مادرش روی مبل می نشیند: سوسو جان، آقا مسیب و خانم به ما افتخار دادند و ما را سرافراز کردند و هدفشان خواستگاری از شما برای پسرشان ابوالفضل خانه. من گفتم اول نظر دختر شرط است، اگر او قبول کند. سوسو چیزی نمیگوید و سرش را زیر انداخته زیر چشمی به ابوالفضل نگاه میکند. چرا حرفی نمیزنی عزیزم؟ یه چیزی بگو، خجالت نکش، هر چی دلت میخواد بگو. باز سوسو حرفی نمیزند. خجالت نکش، هر چی دلت میخواد بگو. ابوالفضل: سردار، ایشان زیر لفظی میخوان. خب حق دارند. کیف پولش را از جیب عقب شلوارش در میآورد و از میان یک دست کارتی را انتخاب کرده و به طرف سوسو میگیرد. با اجازه سردار.
سوسو خانم این کارت بنده، شمارش رمزش هم 32 است. هر چقدر که مایلید می توانید از آن بکشید. اصلا کارت متعلق به خودتان. تمام موجودی کارت زیر لفظی شماست. حالا اگر حرفی بزنید چه موافق و چه مخالف خوشحال خواهم شد. سوسو کارت را گرفته نگاهی به آن می اندازد. نکنه خالی باشه. ابوالفضل: یعنی شما فکر می کنید من اینقدر بی فرهنگ هستم دست شما درد نکنه؟ سوسو خنده کوتاهی می کند. شوخی کردم، به دل نگیرید، ولی قبول کنید امروز و روز هیچ کس بدین شکل ازدواج نمی کنه. پسر و دختر خودشان همدیگر را پیدا می کنند. یک مدتی با هم رفت آمد می کنند تا همدیگر را بشناسند. آن وقت اگر مایل بودند ازدواج می کنند. ابوالفضل: بله صحیح می‌فرمایید. جوان‌ها یا در سینما یا در پارک و یا در پارتی و دانشگاه همدیگر را می‌بینند و با هم آشنا می‌شوند. بنده و شما هم در منزل شما یکدیگر را پیدا کرده ایم. اگر بزرگترها اجازه بدن همین کار را می‌کنیم. مسیب: حرف حساب جواب نداره. بله سردار، قبول دارید؟ مادر ابوالفضل: پس تا وقتی که ما اینجا نشسته ایم اجازه بدین این دو جوان برن یک جایی و یک قدری با هم تنهایی حرف بزنن. خدا رو چه دیدی؟ شاید در همین آشنایی همدیگر را پیدا کردند. مادر سوسو: بله من هم موافقم. سوسو جان، با آقا ابوالفضل برین تو باغ یک قدری با هم قدم بزنید. عجله‌ای هم نداشته باشید. ما هم می‌خوایم با هم یک قدری صحبت کنیم. سوسو و ابوالفضل با کسب اجازه از بزرگترها به اتفاق از سالن خارج می شوند. سردار: خب آقا مسیب، حاج حبیب الله خان از پیش مسلمانان از شما و کارهایتان خیلی تعریف کردند. گویا چندین کارخانه تولیدی راه انداخته اید که همگی موفق و سودده هستند. مسیب: ایشان غلوف کردن سردار. جان ما یک لقمه نان و بوقلمون و یک تکه بره کباب در میاریم با اتفاق میخوریم. ماشاءالله ابوالفضل پسرم مدیریت 3-4 کارخانه را در عین واحد در دستهای پرتوانش داره. به خدا که عصای دستمه. سردار: ولی هیچ فکر کردی اگر روزی و روزگاری با دختر من ازدواج کنه باید همراه اون بدون هیچ معطلی بره خارج؟ مسیب: بره خارج چه کار کنه؟ براش کاری هست؟ سردار: ای بابا آقا مسیب، داماد من در خارج بیکار باشه؟ دخترم باید در یک دانشگاه معتبر ادامه تحصیل بده و شوهرش هم در سفارت یک پست خوب باید داشته باشه. این آینده آنهاست. شما باید یه فکری به حال خودت بکنی برادر. مسیب: اگر اینطور باشه غمی نیست. حاجی جان، اگر نتوانستم همه را با هم اداره کنم تعدادی از کارخانه ها را میفروشم، دست به کارهای ساده تری میزنم. شاید هم وارد سیاست شدیم و آمدیم دم دست جناب عالی. آن شب تا ساعت 9:30 شب این مهمانی به طول انجامید و آخرش خواستگاران خوشحال و خندان از منزل سردار حاج رحمان رزمنده خارج شدند. AvayaBook.com درست در رأس ساعت 9:30 شب که اتومبیل آقا مسیب از باغ خارج می شود، در جلوی در داخل کوچه یک موتورسیکلت با 3 سرنشین توقف می کند که ابتدا آقا حیدر مردی در حدود 57 ساله و سپس خانم سلطان همسر آقا حیدر خانمی 42 ساله با چادر مشکی و سپس خدابخش 28 ساله از موتور پیاده می شوند. خانم سلطان زیر چادر دست گلی به دست دارد که پس از پیاده شدن از موتور آن را به خدابخش می دهد و آقا حیدر هم یک بسته پلاستیکی که چند سیخ کباب کوبیده در آن بسته بندی شده به دست دارد. مشهد علی که درب را برای مهمانها باز کرده آنها را به داخل ساختمان دعوت می کند. عالیه در جلوی ایوان کوچک عمارت ایستاده و مهمانها را پس از سلام علیک به داخل اتاق راهنمایی می کند. در ضلع غربی مجاور درب اتاق رخت خواب‌های عالی خانم روی هم چیده شده و به صورت پشته‌ای درآمده که روی آن را با یک شمد 4 خانه‌ای پوشانده اند. در قسمت غرب اتاق روبروی در ورودی کنار دیوار یک مخده کهنه رنگ رو رفته و در قسمت شمال اتاق در 2 ردیف چند متکا روی هم قرار داده اند. وقتی مهمانها وارد اتاق می شوند عالیه خانم آنها را به قسمت شمال اتاق جلوی متکاها راهنمایی می کند.
آقا حیدر و خانمش جلوی متکاها نشسته و به آنها تکیه می‌دهند و خدابخش هم جلوی مخده روی زمین می‌نشیند و عالیه خانم و مشهدعلی هم جلوی پشت رخت خواب‌ها قرار می‌گیرند و عالیه خانم باز به مهمان‌ها خوش آمد می‌گوید و خانم سلطان به حیدر و خدابخش اعتراض می‌کند چرا دست گل و بسته غذا را به صاحبخانه نمی‌دهند. پس از اینکه خدابخش با خجالت از جایش بلند می‌شود و دست گل را 2 دستی تقدیم عالیه خانم می‌کند و ایشان هم گل‌ها را گرفته جلوی خودش روی زمین می‌گذارد، آقا حیدر هم بسته غذا را به مشهدعلی می‌دهد و می‌گوید مشهدعلی جان، اینو خدابخش از صاحب کارش گرفته. قبل از اینکه خانم چیز درشتری به من بگوید این را از من بگیرید که حوصله یکی به دو کردن با خانم را ندارم. مشهدعلی: خجالتمان می‌دهید، این دیگه چیه؟ همین گل کافی بود. حیدر: همینطور که گفتم این شام امشبه، با اجازه شما ما امشب شام و خدمت شما هستیم. نیست کار خدابخش ساعت 9 شب تمام میشد و ما دیر خدمت رسیدیم. خدابخش سر 4 راه چند تا سیخ کباب کوبیده از صاحبکارش گرفت. عالیه خانم: این کارها چیه؟ خجالتمان دادید. درسته که هم شهری هستیم و هم ولایتی، اما به خدا این کارتان درست نبود. یعنی اینجا یک لقمه نان و پنیر پیدا نمیشد؟ خانم سلطان: اختیار دارید، ما که نمک پرورده ایم. درسته که شما ارمند هستید، ما از خان میرزا، اما همانطور که گفتید هم ولایتی و هم زبان هستیم، غریبه که نیستیم. مگه چقدر ارمند و خان میرزا با هم فاصله دارند؟ ما عالیه خانم خودمان را جدا از شما نمیدانیم. عالیه خانم: دست شما درد نکنه، پس من این را ببرم بذارم تو مطبخ، هر وقت خواستید بفرمایید تا سفره را بیاندازم. از جایش بلند شده و بسته غذا را به داخل آشپزخانه کوچکی میبرد که گلنار تک و تنها آنجا روی یک 4 پایه چوبی نشسته است. با بیرون رفتن عالیه خانم آقا حیدر شروع به صحبت میکند. حیدر خطاب به خانم خودش: با اجازه خانم، مشهدعلی همانطور که حتما اخوی هم به شما اطلاع داده ما به خاطر امر خیلی خدمت رسیدیم. خدا را شکر که همگی مسلمان هستیم و پایبند به دستورات اسلام عزیز و سنت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله. خدابخش و خانم سلطان صلوات میفرستند. آقا مشهدعلی، ما آمدیم تا برادرزادی شما را برای پسرمان این آقا خدابخش خواستگاری کنیم. در این لحظه عالیه خانم وارد اتاق می شود و همگی جلوی پای ایشان بلند می شوند و پس از اینکه دوباره در جای خود قرار می گیرند، البته همانطور که می دانید با پدرشان در ارمند صحبت کردیم. چون ما عجله داشتیم اخوی فرمودند بیاییم خدمت شما. ایشان با این وصلت کاملا موافقند. چیزی که هست گفتند چون شما برادر بزرگتر هستید شرایط را شما تعیین کنید. مشهدعلی: والا آقا خدابخش، من چی بگم؟ این دختر هنوز بچه است، 13 سال بیشتر نداره، آخه وقت ازدواجش نیست. این بچه باید حاله ها بازی کنه، وقت بازیگوشی این بچه است. اینو چه به شوهر داری؟ خدابخش: آقا مشهدعلی، مگه شما مسلمان نیستید؟ خوبه که همه مسلمانیم. پیغمبر اسلام حضرت ختمی مرتبت با عایشه که کمتر از 9 سال داشت ازدواج کرد. 2 سال صبر کرد تا عایشه به سن 9 سالگی رسید. برادر من، ما مسلمان هستیم و امت همین پیغمبر. حضرت 57 سال داشتند، ابوالفضل ما که 28 سال بیشتر نداره. مشهدعلی: ای گور پدر هرچی مسلمانه، به جز همین نمونه که امثال شما پیراهن عثمانش کردین کی دیده یک پیرمرد بیاد دختر بچه 9 ساله‌ای رو به زنی بگیره؟ خدابخش: چرا کفر میگی مشهدعلی؟ زبانتو گاز بگیر. داری به پیامبر و اسلام و مسلمین توهین میکنی؟ نه فقط همون یک نمونه نبوده، بعد از حضرت خیلی افراد مسن دختر بچه‌های 9 ساله را به عقد خودشان درآوردند. توی خان میرزای خودمان پیرمرد 80 ساله با دختر 10 ساله ازدواج کرده بر اساس همان سنت. مشهدعلی: آقا خدا بخشه، یک دیوانه یه سنگی میندازه ته 400 تا عاقل نمیتونن درش بیارن. 1400 سال پیش یک آدم مریض 50 و 60 ساله با یک بچه خردسال ازدواج میکنه. این میشه الگو و مجوز برای ما تو این دوره و به قول شما کلی پیرمرد بیمار طماع هم از این سنت استفاده میکنند و همان راه را میروند. آیا این درسته جوان؟
خدا بخش. آقا مشهد علی، بحث خواستگاری به کنار. شما دارید به مقدسات توهین میکنید. من نمیدونم مشکل شما چیه. پدر دختر موافقت کرده. شما برای چی آتش جهنمو برای خودت میخری؟ ما با شما دعوایی نداریم. فوقش صبر میکنیم این دختر بره ارمند. حرفی نیست. عالیه خانم، شما زیاد ناراحت نشو آقا خدا بخش. نیست مشهد علی خودش بچه نداره؟ اینه که گلنار رو خیلی دوست داره. دیگه نمیدونه دختر وقتی بزرگ شد دیگه مال پدر و مادر نیست، خدمتکار مردمه. باید بره خونی شوهر و به شوهر و مادر شوهر خدمت کنه. خانم سلطان: قربون دهنتون خانم. بله تا بوده همین بوده. مشهد علی آقا، ما شبها یه دیزی بار میذاریم، عروسمون هم که اومد یه خورده آبشو زیاد میکنیم و دوره هم با صفا میخوریم. زندگی را نباید زیاد سخت گرفت. مشهد علی: یعنی همه درد برادر من این بوده که نمیتونسته شکم دخترش رو سیر کنه؟ حیدر: این حرفا چیه که میزنی مشهد علی؟ ما هرچی میگیم تو میری باز سر حرف اول خودت. اگر خیلی ناراحتی ما میریم. برادر ما نیامدیم اینجا که با شما یکی بدو کنیم. آقا جان داداشت از این وصلت بابت شیربها و کوفت و زهر مار دیگه کلی پول گیرش میاد. خانم بلند شید بریم، اینجا جای ما نیست. عالیه خانم: وا خاک عالم، این حرفا چیه؟ شما خودتان غذا آوردید مگه میشه؟ تا شام و دوره هم نخوریم محالی بتونید از اینجا بیرون برید. مشهد علی تو هم بیا کوتا بیا. بابا برادرت موافقه، تو جوش چی رو میزنی؟ دروغ که نمیگن. خانم سلطان: نه به خدا، میتونید بهش زنگ بزنید و از خودش بپرسید. عالیه خانم: امروز صبح خودش زنگ زده بود، گفت که شما برای چه امری تشریف میارید. چیزی که هست. آقا مشهد علی همین حرفا رو به داداش هم زد. خودش هم میدونه، وکیلش کرده برای صحبت‌های اولیه. خانم سلطان: تمام شد و رفت. آقا حیدر برید سر اصل مطلب. حیدر: من که نمیدانم چی میخوان، سوال کنم تا جواب بدم. خانم سلطان: خب آقا مشهد علی شما هم اخماتو باز کن و دلتون رو به نور محمدی روشن کنید و اگر هر سوال خاصی دارید بفرمایید. مشهد علی: اگر با حرفان باعث دلخوری شما شدم به بزرگی خودتان ببخشید. شما مهمان بودید و حبیب خدا. حالا بفرمایید آقا داماد چی کاره است و درآمدش چقدر است؟ حیدر: والا از خدا پنهان نیست، از شما چه پنهان. آقا خدا بخش ما 1-2 سالی بود که تو کار ساقیگری بودند. عالیه خانم: ساقیگری؟ ساقیگری چی هست؟ حیدر: البته این مال 2-3 سال پیش بود. ساقی به مردم خدمت میکنه و احتیاجات مردم رو برآورده میکنه. خدا بخش از آنجایی که بچه یه زرنگ و نترسی بود، ساقی گل و شیشه و کراک و دوا و تریاک و عرق و از همه مهمتر کودک بود. هر چی میخواستی تو مشتش بود. روزها میرفت پارک صدف، زیاد از خانه ما دور نیست. آن طرف میدان هرویه. دختر و پسرها با ماشین‌های آخرین مدل تو خیابون شمشاد می‌زدند کنار و دنبال خدابخش ما می‌گشتند و ایشان کار همه را می‌انداخت. خوب پولی در می‌آورد. این موتور هم همان سال خرید، اما 1-2 نفر از همکارهاشو تو محل گرفتن. ما بهش گفتیم پسر جان این کار عاقبت خوشی نداره، پولش هم شاید از لحاظ شرعی مسئله داشته باشه. این بود که آقا خدابخش رفت تو کبابی عالی مقام تو خیابان مبارک آباد مشغول کار شد. آنجا با موتور غذا می‌برد دم منازل مردم. بعدش هم از بس آدم دست و چشم پاکی بود تو یکی از آپارتمان‌های خیابان وفامنش سرایه‌دار شد و یک آپارتمان عالی بسیار شیک در پارکینگ طبقه 2 ساختمان بهش دادن که همانجا زندگی میکنه با همه وسایل، یخچال، گاز، کولر، همه چی. ما که دیدیم بچه به این خوبی سر و سامان گرفته گفتیم حالا که خانه اش 1000 برابر از آلونک ما بهتره پس چرا تنها باشه. به فکر افتادیم براش زن بستونیم. این بود که وقتی رفته بودیم خان میرزا دختر اخوی شما اسدخان رو معرفی کردند، ما هم خدمت ایشان رسیدیم. گلنار خانم که آنجا نبودند. 1-2 تا عکس ایشان را دیدیم و تعریف‌های زیادی که ازش می‌کردند همانجا پسندیدیم. حالا هم در خدمت شما هستیم، هرچی شما بفرمایید اگر در توانمان باشد بر روی چشم. خانم سلطان: عالیه خانم، باید بیایید ببینید چه آپارتمانی، آشپزخانه اوپن، لوکس. به خدا همه حسرت چنین جایی را دارند. خدا را 100,000 مرتبه شکر، عروسم از آلونک‌های ما نجات پیدا کرد. عالیه خانم: شما هنوز تو همان محله قبلی هستید؟ خانم سلطان: بله، تو خیابان گیلان، تو گودی، نبش خیابان ملکی نسب، وارد اولین کوچه که میشی 3مین خونه مال ماست. خب دیگه ما سالیان ساله که اینجا زمین گیر شدیم، چه خاکی به سرمون بکنیم. اگر از اینجا بلند شیم دیگه آلونک هم گیرمون نمیاد. حیدر:
چرا ناشکری میکنی؟ همان آلونک امروزه کلی پولشه، اگر تونستی بیا یک وجب دیگه از همان محل بخر. خانم سلطان: چه فایده؟ یه روزی میان و رو سرمون خرابش میکنن. حیدر: این حرفا چیه که میزنی؟ اگر قرار بود خراب کنند تا حالا خراب کرده بودند. آقا مشهدعلی 4 قدم آن طرفتر خیابان عراقیه، از اول خیابان تا انتهای آن ساختمان وزارت اطلاعات. اگر قرار بود خراب کنند منتظر اجازه کسی بودند؟ نه، تازه شما نمیدانید اونجا برای بعضی کارها چه سرقفلی هایی داره، برای که خیلی از کارها میان از محله ما نیرو جمع میکنند. چند بار خود الله کرم آمده بود برای سرکوب و غارت و چپاول و زدن مردم. بچه های ما با ذوق و شوق میرن، مگه دیوانه هستند که یک همچین جایی رو خراب کنند؟ خدا بخش. بابا، نگفتی روزی 4 ساعت برای خودم کار میکنم؟ هر روز از ساعت 11:30 تا 3:30 میرم کبابی عالی مقام غذا میبرم برای مشتریها. علاوه بر حقوقی که میگیرم انعام خوبی هم بهم میدن. ماهی 1.5 میلیون هم از ساختمان بابت سرایداری و نظافت ساختمون میگیرم. حیدر: پسر، لازم نبود همه چی رو کنی. میبینید آقا مشهدعلی، ظاهر و باطن این کار و درآمد پسر ماست. مشهدعلی: داداشم به شما گفته در مورد چی باید امشب صحبت کنیم؟ خانم سلطان: هر چی که رسمه، ما حرفی نداریم، فقط باید سر مبلغ‌ها توافق کنیم. مثلا پول شیربها و مهریه و خرید برای عروس و داماد. اگر اینها حل بشه با اجازه شما میریم محضر رو یک عقد ساده میکنیم که بچه‌ها به هم محرم شن. بعد از برداشت محصول میریم خان میرزا یک عروسی درست حسابی میگیریم. خرج عروسی هم با ماست. شما دیگه هیچ خرجی ندارید. مشهدعلی: عروسی رو که به خاطر جمع کردن پولش میگیرید. حیدر: خب این رسم ماست آقا مشهدعلی، ما کلی پول برای عروسی های همشهری ها دادیم، آنها هم وظیفه دارن پس بدن. خلاصه آن شب با اخم و تخم مشهدعلی شام صرف شد و قرار و مدارها گذاشته شد و گلنار که گلی صداش میکردند بعد از برداشت محصولات کشاورزی آبادی به خانه بخت خواهد رفت. پایان 5/3/1400.